خب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، خدا را شکر میگوییم که امروز هم در خدمت شما بیننده عزیز و گرامی، ملت و مردمی عزیزم که در هر گوشه و کنار دنیا قرار داریم. بارها گفتیم که همیشه شکر و سپاس گفتن الله، این که در مقابل شما، در خدمت شما قرار گرفتن ما هنگام هر برنامه، این از آن دلالت می کند که مقامات ترسو و مقامات بزدل و مقامات کیلر و آدم کشی رحمانوف همیشه در صدد بی‌ضرر گرداندن ما در هر حالت و در هر ساعت و روزها قرار دارند و میخواهند کار انجام دهند تا اینکه صدایی که در مقابل این رژیم همیشه بالا هست آن خاموش کرده. ولیکن الله سبحانه و تعالی یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون. گفته است که این دلالت از بالا بودن آن چیزی که الله سبحانه و تعالی در مورد و در قبال هر ظالم و هر اهرمن گفته است و کار کرده است و کار میخواهد بکند، این سخن الله جاودانه تا روز قیامت باقی خواهد ماند. بیننده عزیز گرامی، واقعا برنامه‌ای که امروز می‌خواهیم تقدیم نماییم، این برنامه در وضعیت و حالت‌هایی که ما و شما در آن همیشه چنانه که دیدیم و می‌بینیم و آگاهی داریم که رحمانوف کارش و اعمالش و همه آن چیزی که انجام می‌دهد بقا در قدرت است. بقا در قدرت بودن رحمانوف که ما و شما میدانیم هر دقیقه و ثانیه حضور رحمانوف در قدرت، این مرگ، این دهشت، این فرار، این مهاجرت، این بدبختی، این بی‌برقی، این بیکاری، این دزدی شدن ثروت‌های ملت، این ملت را به ورطه‌های گوناگون جهالت و ضلالت، چه از نگاه فرهنگی، چه از نگاه دینی، چه از نگاه اعتقادی و چه از نگاه اقتصادی و چه از نگاه سیاسی و چه از نگاه فرهنگی و چه از نگاه اجتماعی قرار داده است. علل اقل یک شکل یا یک گزینه که توانسته باشد رحمانوف روی آن بالای ملت کار کرده باشد و ملت برای آن یعنی بگوید که رحمانوف هست، خوب به این شکل برای ما بهتر است. نه سیاست دولت پابرجاست و کار میتواند بکند و نه فرهنگ این ملت بالاست که بتانیم افتخار داشته باشیم و نمیتوانیم کار پیدا کنیم، نمیتوانیم اقتصاد خوبی داشته باشیم، نمیتوانیم با گرانی که تمام محصولات در کشور به یک وضعیت خیلی نابسامان قرار دارد رسیده است، برق نداریم، بدون گناه جوانان این ملت تهمت شده و زندانی شده ایستادند. در همه حالتها وضعیت ما خیلی به یک وضعیت بد و ناگوار گرفتار است که این همه دلالت از آن میکند که رحمانوف برای ما و شما و این نظام پوسیده و این نظام آیلوی رحمانوف برای این ملت اصلا در تضاد و اصلا مخالفی هستی این ملت و دولت در آینده میتواند باشد. پس برای هر یکی ما و شما در صدد آن باشیم، چنانه که اگر نانی شب نداشته باشی فکر میکنی که چگونه اشکمت سر باشد و خواب کنی، یا اینکه ظهر، یا اینکه مثلا خوراک باید بخوری و تو نمیتونی خورده. انا همین خیل برای چی؟ به خاطر اینکه اون دولتی که آینده تو بتانی آرامانه نان بخوری یا که غذا بخوری، یا اینکه همچون انسان در یک کشور زندگانی کنی، در داخل کشور و خارج کشور، یک دولتی که اون بتاند شهروند چه حمایت کند، تو چنین دولت نداری. رحمانوف و مقاماتش تنها و تنها به خاطر غارت این ملت دست به آستین زده اند و بالای ما و شما چیره شده اند که این یکی از اولویت ها و مهمات دولت رحمانوف تا امروز بود و هست و ما و شما باید هر دقیقه در صدد آن باشیم که چگونه این ملت تواند کار کند که اون
زن و فرزند، پدر و مادر، نزدیکانش را از دست این اهریمنی بدمنیش و جاهل و پتهوشنی که توپوی و پسلدنی احمق باید این ملت خود را نجات دهند. الحمدلله حالت هایی که از یعنی که سنت پترزبورگ به تاجیکستان برگشت برای ما از پروتکل یعنی که همون پروتکل رحمانوف برای ما قضیه کاملا روشن است و الحمدلله برادران جسور و جانورکر در پروتکل ولی خوب رحمانوف دیگر خودش فهمید و آنانی که در دوشنبه بودند و در خوجند بودند چی گپ شد همشان فهمیدند. یعنی همین قدر میگم وای بر حال ما و بر حال چنین پیشوا و چنین پلیدی که جایزه صلحی یعنی که لیو تولستوی میگیرد ولی با پاپلاستونسکی تاجیکستان میدروید. بعد از اون شما دیگر چگونه خود را فکر میکنید که رحمانوف یک شخصیتی است که دارای عزت اساسگذار صلح هست، دارنده دو جایزه، یا جایزه خودش به خودش داد، یا جایزهش به خودش داد، یا جایزه دیگه شو پوتین دادش. انا گفته که پا جایزه صلح دیگه شو پوتین دادش. انا گفته که پا جایزه صلح دار. انا ایرا میگن یعنی که ذلت و خواری خداوند در این دنیا برای شخصی که گویی و احترامی که تو برای آنها داره عزت گویی و احترامی که تو برای آنها داره عزت در دنیا و آخرت برایت دارد، آیا اونی که تو را دوستت می‌دارد مخالف است که تو با زبان پدر و مادرت صحبت کنی؟ آیا مخالف است که تو با رسم الخط فارسی که از اجدادان گذشته اون پدر و مادرت آمده است مخالفت دارند؟ والله حاشا لله، هرگز نه. چرا؟ چون که اونها دوستی تو هستند، آنها بر تو ضرر و آسیب نمیخواهند. اما رحمانوفی کثیف این ملت را با توده دزدان و با توده جنایتکارانی که در اختیار او هستند، در اطاعت او هستند و قدرت را با این جکچن و اس یتیم و فی مخوف واگذار کرده، تنها وظیفه آنها این است که شما به هر شکل میتونید، به هر شکل میخواهید بر این ملت بتازید و تنها کار از شما میخواهم این است که کرسی قدرت و مقام من باید حفظ شود. در غیر این صورت ما اگر من فرار کنم شما نیز در این دولت جایگاه ندارید. پس برای مقامات قدرتیش رحمانوف همیشه فرمان میدهد کار شما تنها محافظت من است و بر علیه این ملت و مردم بتازید. هر کاری که میخواهید، هر دسیسه هایی که آماده میسازید، هر جنایت هایی که انجام میدهید برای من مهم نیست. تنها و تنها بودن و در قدرت قرار گرفتن من برای من مهم است و برای شما هم بودن من در قدرت باید خیلی مهم باشد. چرا؟ چون که وجودی کثیف من، یعنی رحمانوف به این مقاماتش میگوید که وجودی من در این کرسی، در این قدرت راه شما را، دست شما را، کیسه ها و حساب های شما را پر میکند. ولی البته شما مرا و عائله مرا حفظ کنید و اما من و تو که شهروند این کشوریم از این معامله های رحمانوف چی سود میاریم؟ هیچ سود به دست نمیاره. پس ما باید همچنین بشینیم، ما باید همچنین انتظار باشیم که خداوند جون رحمانوف میگیرد ما و شما نجات میابیم. نه، هرگز جانی من و تو و پدر و مادر و فرزند و زن خواهر و نزدیکان من و تو از جانی کثیف رحمانوف گرفته شدن نجات نمیابیم. چرا؟ چون که یک بدگوهر، یک گوساله سیبخیر دیگر رستمی گرچی که گنگک است که همین نظامی که پدرش تشکیل کرده است با تشدیدهای بیشتر، با ظلمهای بیشتر بالای مردم قرار خواهد گرفت و باز هم همون نظامی که بود ادامه دارد. شما اگر در خاطر داشته باشد کلان سالهای ما نظام شوروی سوسیالیستی، یعنی که دولت اتحاد شوروی تشکیل شد، اگر چنده که مثلا هر راهبر پس از مثلا ستالین آمد، خروشوف و پس از اون آمد برژنیف و پس از اون، یعنی هر یک رهبر با ساخت خودش، ولی همون نظام ادامه داشت. ولی همون نظام تا آمدن گورباچوف
تقریبا به یکسان ادامه داشت که حدود 70 سال، یعنی که اون نظامی، یعنی معلوم است که نظام کمونیستی بالای تمام کشورهای آسیای میانه و کشورهای دیگر پس شوروی قرار داشتند و تا اینکه گورباچوف آمد و آشکار بیانیه اعلان نکرد، این آزادی و جدایی و فروپاشی اتحاد شوروی به وجود نآمد. که این هم یکی از دلالت‌های دیگر است که هر یک نفر شما باید اندیشه کنید. و دیگر چیزی که میخواهم بگویم، دیگر پدران و مادران و اولیای امور و بزرگانی که جوانان در اختیار شما هستند، دیگر در مقابله با اونها قرار نگیرید. خواهش میکنم پدر گرامی، مادر گرامی، یک فرزند داری، والله قسم همه فرزندای من فدای این ملت، چون که منم به مانند شما پدر هستم و به مانند که شما هم دوست می‌دارید فرزندام هم دوست می‌دارم. باید هر یک کدام ما و شما در قضیه فرزندامون دیگر باید به شکل نباشیم که فرزند که دیگه یگان کار نکنه که زندان نکنن، بدون گناه فرزند عسکری برده کشتایسن، بدون گناه فرزند از روسیه دیپورت دارن آورده با تهمت تمام زندگی تا فروخته، یعنی که برای آزادیش داده ایسای. بگذار فرزندی من است، فرزندی تو است، یک فرزند، چند فرزند، یعنی که هر چیزی بالای اونها می آید، ولی این ملت باید نجات بیابد. خواهش میکنم پدران و مادران گرامی، دیگر در مقابل آن چیزی که فرزندان ما و شما ظلم میشوند نباید ایستادگی نمایید. خواهش میکنم از پدر و مادر، فرزند تا دوست میداری، منم دوست میدارم، هر یک یعنی که پدر و مادر فرزندش دوست میدارد. چرا فرزندی من؟ به خاطر که فرزندی من تو مختار از اختیار شده بوده است. انا میره باید فراموش نکنی که برای چی نگو فرزندی من باید یعنی که کاری بکند، برای آن که فرزندی من تو را خداوند اختیار کرده بوده است و هر فرزند را الله اختیار نمیکنه. مثلا الله سبحانه و تعالی یعنی که رسول اکرم اختیار کرد از قریش و قریش اختیار کرد از مثلا که همه خیل رسید به یعنی که حضرت ابراهیم و با آدم علیه السلام، که اینها همش دلالت کننده بر استیفا و اختیار الله بر فرزندی یعنی که فرزندان حضرت اسماعیل حضرت محمد است. پس به همون خاطر وقتی که گاه اختیار بالای فرزندان ما می شود، پس نباید ما مخالفت کنیم با آن چیزی که رضای خدا در آن است. نبودن رژیم رحمانوف برای ما ظلم که امروز آورده ایستاده است. من بدانم رحمانوف لااقل اقتصاد مردم بالا کرده است و مردم زندگانی خوب دارن، برق دارن، گاز دارن، کار دارن. خب دیگر با احزاب سیاسی مخالف زیده است میخواست که خودش حکومت کنه. من میگفتم این مردم، همین رحمانوف خب مردم گاز داده است، برق داده است، مردم کار داده است، معلم حقوق خوب میگیرد، یعنی عالم بچه خوب دیگه انشاءالله آینده یک گپ میشه و حتما این ملت خودش میخیزد کار میکند، هیچ مشکلی نبود. ولی رحمانوف نه برقت میتید، دروغ میگه که من سال 92 93 چند تا اکادمیک $100 دادم. او پدنالت همو اکادمیکای $100 شو دادی، چقدر عالم تیار کردن که اوزی ما یگون کار انجام داده ایسیم. یگون کسی نه سوالش کنه همو یعنی که پیامش گفت تایوتی همه تاست $100 من چند اکادمیک دادم، وای نکنید، وای $100 گیرید وای کنید. همو $100 دادگی همو اکادمیکا را برعکس زیویی و اکادمیک تو کشتی زندانی کردی. قادر رستم در زندان نیست، در زندان تو نیست. شاکر جان حکیموف پروفسور این ملت، اکادمیک، بزرگترین عالم، اگر او اکادمیکایی که یعنی که رنگی پرزیدنت اکادمی امروزات اگر اکادمیک کم نباشه، او اکادمیک میلیارد هزار بار بالاتر سواد دارد. در زندان ای تو پدنالت یا دروغ وقتی که میگوی دروغ تا به یک شکل بگو که تو اینکه افراد دیگر تحلیل کنن همون گپ دروغی تو یعنی که آشکار نشه و روسیاه شود. به همون خاطر این ملت و مردم عزیزم آگاه باشید و بدانید که فرزندان ما و شما، آنانی که در اطاعت ما هستند، آنانی که گوشمان میکنند، باید دیگر برای آنها میخواهند کار در مقابل این رژیم ایستادگری نمایند. فرزندان خود را نباید که بگیم که نک بچم که یگون گپ میشه دیگه ای قدر یگون گپ دیگه نمیشه، اون نک نم کشته میشه، زندانی میشه، تهمت میشه، زچمارد میشه، پرابلم میشه، او بکنم مردک بره، یعنی که در مقابل رحمانوف باشه برای او بهتر است. باید پدر و مادر دیگر باید که من اگه تمام شدم، نسل من به همین وضعیت آمد رسید، پس من میخوام که
از نسل من کار در مقابل این رژیم و در مقابل این دودمان کثیف و پلید کار کنند که آینده این ملت نجات یابد. اگر فرزند من کار در مقابل این رژیم انجام داد که سبب نجات این ملت، سبب آزادی این ملت در مقابل رژیم شد، پس ببینید که چقدر آزاد شدگان در حق منه که من مرده باشم دعا میکنن. چقدر فضل و برکت خداوند برای آن خاندانه که کار در مقابل رژیم رحمانوف انجام میدهد و اون سببی از بین رفتن یک رژیم خودکامه می شود. چقدر برای او اجر و فضیلت است. اکنون بعضی از یعنی که مقامات برای من میگن در وقت صحبت کردن، بعضی از صحبت های تو را میگن قچی کنی لوبوی هر کجایی که قچی میکنی قچی کنی. من در مقابل رژیم رحمانوف هستم. رژیم رحمانوف یک رژیم دیکتاتوری است. رژیم رحمانوف یک رژیم تاجیک کش، ملت کش، مردم کش، دوست، پرزیدنتی غیر قانونی، همه در انجام عملهایی که بر علیه این ملت انجام داد. تمام تاریخ و بشریت و ملت شاهدی اون است. چی کار انجام داده است که من باید بگم که رحمانوف شخصی است که باید ما او را گوش کنیم یا این که باید ما چیکار کنیم؟ یعنی اطاعت کردن از او برای ما مهم هست. هرگز چنین نیست و هرگز چنین نخواهد بود. پس ما و شما یگانه راهمان در مقابل رژیم رحمانوف ایستادگی نمودند و نزدیکان فرزندان خودمان که برای ما میگویند لااقل به شکل باش که وقتی که تو نمیختونی یعنی برای حق یعنی که جانبداری کرده از باطل قرصک برای سخنان باطل قرصک نزد. برای سخنان باطل قرصک نزدن چگونه است؟ برای سخنان باطل قرصک نزدن و اون شکلی که تو یعنی که کار انجام میدی اون کارهای نیستن که تو یک شهروندی آگاه و فهمیده و دانسته این ملت باید با اون دست زنی. و اینها هم اشی هستند، اینها همش عمل کردهای هستند که ما و تو در آینده میتوانیم کار برای این ملت و کار برای این مردم انجام دهیم. ملت و مردم عزیزم در حالتهای خیلی ناگوار قرار دارد. ملت و مردم عزیزم در وضعیت‌های قرار دارد که حال آنها را تنها و تنها افراد آگاه و افرادی که آنها میتوانند در مقابل یک رژیم خانمان سوخته‌ای که اون تنها وظیفه و کار و انجام عملهایش بر علیه این ملت است تا امروز کار دارد. ولی ما و شما در صدد چی هستیم؟ ما و شما تنها و تنها ایستاده هستیم و اندیشه زنده بودن را داریم، در حالی که زنده بودن ما و شما تنها و تنها ملت و مردم عزیزم از من و تو وابستگی دارد. زنده بودن من و تو ادامه یعنی زنده ماندن من و تو با عظمت، با شکوه، با شهامت، با وقار، با دین، با ایمان، با فرهنگ، با تمدن زنده ماندن من و تو چی است؟ زنده ماندن من و تو تنها و تنها از آن دلالت میکند که وجود ما و تو باید به شکل برکتگونه، نه اینکه غلامانه و نه اینکه غلاموار در خدمت یک رژیم خوناشامی پلید رحمانوف قرار داشته باشیم. پس این همه وضعیت، پس این همه حالت، پس این همه کارها از من و تو تنها و تنها عملکرد طلب میکند و اون عملکرد با شکل‌های گوناگون میتواند باشد. نه اینکه عملکرد تنها و تنها باید به شکل باید یعنی که ما عمل بکنیم که یگان کار غلط انجام دیم، یگان چیز نه، باید با مشورت، باید با وضعیت و حالت‌هایی که ما و شما میتوانیم از این بحران جدی خود و خاندان خود را نجات بدهیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن آشکارا گفته است خو انفسکم و اهلیکم نار، خودتان و خانواده‌تان از آتش جهنم نجات بدهید. آها، ببینید که الله اول خودتان و خانواده‌تان از آتش نجات بدهید. اگر تو میخوای زندگانی خوب داشته باشی، یکم نفس خودت باید از ظلم رحمانوف نجات بدی، بعد خانواده‌ت نجات بدی. چه خلاقی نجات بدیم؟ تو باید، من میدونم، من میفهمم که مقابله کردن در مقابل رحمانوف چی است؟ یعنی کاری آسانی نیست. کاری نیست که هر مرد بتواند او را انجام داده، چون که شجاعت و متانت مردانگی در مقابل رحمانوف نیاز دارد این ملت.
در غیر این صورت امکان ندارد که هر یک شخصی که اون امکانی خودش تاجیک و تاجیکستانی خودش یک انسان میداند که اون چی است، یعنی اون دارای مزیت‌های گوناگون دیگری هست، اون آماده به انجام کاری هست در مقابل رحمانوف. نه، هیچ وقت ما نگفتیم کار کنید با چهره برایت، هیچ وقت ما هیچ کسی را یعنی که دعوت نکردیم. از آغاز مبارزه تا امروز و تا روزی که رحمانوفی کثیف و پلید و این نظام پا برجا است، مخالفی با چهره برآمدن شما هستم. چرا؟ چون که امروز فهمیدید که محمد اقبال چی میگفت است. رحمانوف اگر 90% مردم بکشه و زندان کنه چشم شبش نمیپره، ولی مرد عاقل اونی است که کار در مقابل رحمانوف میکند که اون اصلا یعنی که نمیدوند که از کجا این آمد. بس انسان عاقل کارشه یعنی مدبرانه و عاقلانه انجام میدهد، نه که با چهره. محمد اقبال از چهرهش نشان داده در مقابل رحمانوف. آیا میتونه برای کار کند؟ هرگز نمیتونه. محمد اقبال فقط میشینه گپ میزنه، کاری که باید انجام تید در قفا انجام میتید با چهره آشکار. ولی شخصی که چهره آشکار قطعی برآمد نکرده است، یک اون چیزی نمیفهمن، اون میتواند کارهای انجام تید که محمد اقبال که شیشتگی صحبت داره اون نجاتش میده از غربت. محمد اقبال که در خارج نشسته است صحبت دارد و میفهماند و آگاه میکند مردم، یک جوانی که به چهره، یک جوانی که با عمل کردش میتواند کار انجام تید، از 1000 تا آدم با چهره برآمد میکردگی منفعت او میتواند برای ملت بیشتر و بیشتر رسد. اینا هیچ وقت غلط نفهمید. اینا هیچ وقت شما فکر نکنید که من با چهره میبرم با آواز. نه آوازت قطعی برو گبزه، نه گپ زدن تو مهمه، نه چهره تو مهمه. عمل کردیم و تو در مقابل رژیم رحمانوف مهم است. این استراتژی مبارزه من از آغاز تا امروز بود و این استراتژی عوض نمیشه. چهره، آواز، امکانی، یعنی که در داخل وطن برادرای هستن که خواهین گفته حقارت کرده میگردن منه، ولی چون اونها وظیفه شونه هر یک کارای انجام میتین، والله قسم که اگر بدونن تلخکف میشون، ولی فقط حقارت میکنن، منه میگردن پیشوی ملت گفته گشتن میگیرن. یکی در اصل کارهای انجام میتین که خودشون میدونن و من خدا میدونم. انا اینا میگن یعنی که عمل کردن زیرکانه. انا اینا میگن عمل کردن که یک انسان میتواند چیکار کند در مقابل رژیم رحمانوف انجام کار انجام تید. ما یگان کار غلط نمیکنیم، ما معلومات لازم داریم، ما اکمالات لازم داریم، ما همه اون چیزی که برای یک مبارزه میتواند، یک خوراک وقتی که میپزن در اون چوب لازم است، در اون روغن لازم است، در اون مثلا هر نمود خوراک باشد محصولاتی که برای غذا آماده کردن لازم است، در دست چند نفر است. وقتی همه اون جمع شد بعد از اون خوراک آماده می شود. مبارزه را شما به مانند آماده کردن یک خوراک بدانید. فقط یعنی که خوراک پخته شده را شما فکر نکنید که این خوراک هم خیلی پخته شده. نه، برای پخته شدن اون خوراک خیلی زحمت کشیدن که اون خوراک پخته شده. یعنی اگر تنها با یک آتش میتونی خوراک پزینی، تنها با یک آتش دیگ میتونی خوراک پزینی، تنها با آتش دیگ روغن میشه و خوراک پخته. خب نیم کالا میشه، همون روغن میتونی با اون ترک بخوری ولی با مزه نیست، درست است. ولی آتش، روغن، دیگ و در درونش باید یگانش سکی دیگه باشه، گوشت باشه، با مزه شید. بعد گوشت باید قک پیاز باشه و عجایب شید. بعد پیاز مثلا با خب چیزی که لازم است در خوراک، هر چیزی که علاوه شد بعد از اون رفرسی به مرحله نهایی و پخته شدن و خوردن. ولی فکر که آتش در دست یک نفر است، دیگ در دست یک نفر است، روغن در دست یک نفر است، گوشت در دست یک نفر است، پاور دیگر نفر است. انا همین است. یعنی وضعیت عمومی خوراکی که میپزیم ما طعام، انا همین خوراک باید که در دست هر یک نفر است. ولی تا اگر انسجام این همه افراد دارنده محصولات خوراک یا طعام یک جا نباشند کار نکنن، اون خوراک تمام نمیشه. میتواند که یک آدم دیگه در جا مونه، آتش در جا گیرون کنه، روغن در درون یک آدم دیگه در دیگه بدوزه، یا آدم دیگه گوشت در جای دیگه بدوزه، او آماده نمیشه. او خوراکی که همش یعنی که در یک جا باشن ولی کار کنن که تنها همه کار کنن نمیشه. چرا؟ چون که او خوراکی که باید خورده شود اون خوراک نیست، چون هر کس هر کار داره. ولی اگر به شرطی که بگه که من چوب کوفته ایستم آتش به خاطر اینکه علاوه بزنیم،
من میارم در فلان ساعت میرسم. نگاه که دقیق شد فلانی عبدالله برای هزم رفته است، محمد به خاطر دیگ رفت، یعنی که احمد به خاطر روغن رفت، فلانیش به خاطر گوشت رفت، اوش به خاطر فلان چیز رفت. باید همش بیاین و در فلان ساعت خوراک اکای فلانی میپزه. نگاه کنید چه زیبا است. مبارزه را شما با مانند پختن یک خوراک ببینید. اگر اکتمال کامل تمام ایندریگنت یا اینکه همون محصولات داخلی طعام که اینگریدینت های داخلی طعام اگر آماده نباشد، پس اون طعام آماده نمیشود. همه طعام که پختیم نمک نداشته باشه بازم بی‌مزه. همه این یعنی که نگاه کنید هر یک چیز در داخل طعام یعنی که کیفیت خودش دارد. یعنی که مثلا سر میکنه آدم ولی به نمک باز. یعنی که نگاه کنید هر یک چیزی خودش باید در جای خودش باشه. چرا؟ به همین خاطر است که میگم باید ما و شما چیکار کنیم؟ در این قضیه خوب با دقت باشیم. در این قضیه خوب اهمیت بدیم. پس مبارزه بردن در مقابل رحمانوف باید برای هر یک نفری و شما این شرف عزت ناموس باید باشد. در غیر این صورت ما و شما امکانی انجام کاری که باید ما و شما را به مقصد برساند نمیتونیم. چرا؟ چون که کاری که باید انجام تیم وقتش گذشت، یا اینکه ما را اولیای امور یا پدر یا برادر یا مادر یا بزرگ گفت که این کار انجام نتید. چرا؟ چون که رحمانوف یک ظالم است و اون شما را ضرر میرساند. پس وضعیت ما و شما در همین وضعیت و در همین حالت قرار میماند تا اون روزی که ما و شما چیکار کردیم؟ ما و شما با خود بیاییم و ما و شما یعنی که به خاطر انجام عمل کردمون کاری را برای آینده این ملت و وطن و مردم و برای آینده خودمون یعنی که تصمیم و نقشه کشی نداشته باشیم. در غیر این صورت وضعیت ما نه آنچنانی که شما فکر میکنید به یک وضعیت خوبی به اتمام میرسد. خوب واقعا هم انشاءالله امیدواریم که برادران و خواهران و آنانی که امکان انجام کار در مقابل رژیم رحمانوف دارند یعنی که انشاءالله کار را انجام خواهند داد و این سببی یعنی بیداری ملت روز به روز انشاءالله که می شود. و ما و شما یگانه راهی که میتونیم انجام تیم اون چی است؟ اون یعنی عمل کردهامون در قبال رژیم رحمانوف با هر شکلی که هست ولی با وعی و فهم و یعنی که دقت کردن. پس اینا باید هر کدام ما و شما یعنی دیگر با خوبی دقت بدیم. در غیر این حالت امکان در حال نجات یافتن ما و شما نداریم، ما امکان نداریم و این چی است؟ و این یعنی که وضعیت ما و شما به یک حالتی نه آنقدر خوب پایان می‌یابد. پس آماده باشید، هر چیزی که امکان انجام کار است باید در تماس باشید، تلخ کف نشید، بیشوی بد نترسید. رحمانوف یا یتیموف تلفنش در درون تلفنتون نیست. هزارها راههای صحبت کردن است که بچه‌ها در درون دوشنبه در درون قصر ملت در درون مقامات راهش را پیدا کرده صحبت میکنن. چرا؟ اون در جانش زده است، میخواد کار برای این ملت وطن و مردم انجام دهد. در غیر این صورت فکر نکه که یعنی که یکی دیگه تو اگر که یکی ببروی رحمانوف میفهمه. با خدا بچه‌ها هم با همین واتساپ هم مینویسن، با تلگرام هم مینویسن، با دیگر بخش‌های دیگر، با یعنی که مسنجری فیسبوک بهترین راه. یگان مشکل وجود ندارد، راحت آرام صحبت میکنه، مینویسه، معلوماتی داشتگیش میتید، کاری باید انجام تید میکند. پس تو برای چی میترسی؟ به خاطر که تو تلخ کفی، تو ترساندگی تن دیگه قدر زیاد ترسیش ما و شما امکانی یعنی که نمیدونم که تا کجا تمام میتوند شده. خوب بیننده عزیز و گرامی، قضیه های دیگری را که انشاءالله ما در این برنامه در آغازش میخوایم گپ زنیم قضیه برادر محمد تقایف است. البته برادران عزیز و گرامی در حق برادر محمد تقایف دعا کنید و خدا کند که برادر ما و شما محمد تقایف از زندانی که یا اینکه از بازداشت است یا کنه خوب نمیدونیم واقعا وضعیتش، ولی بعضی میگن که از طرف مقامات گروزین جورجی بازداشت شده است و به خاطر اینکه مهلتی چی میگن
خب بدن باقی موندن در همونجا تمام شدگی است، باید که خارج شود. خب پس چیکار کنیم؟ باید اونش در دست الله هست. الله سبحانه و تعالی و برادر ما آسانی بیارد و دیگر ما هیچ چیزی که یعنی که انجام میتیم، هر چیزی که انجام میتیم باید دیگر با وعی فهم باشد. تنها در حق برادران مبارزتون دعا کنید. امروز نوبتی یک بار مثلا اول نوبت شهید عمر علی قوت بود، بعد از اون نوبت برادران خیلی زیادی دیگر شد، بعد از اون نوبت برادر سهرابی ظفر بود، بعد از اون نوبت برادران زیادی دیگری هم بود و هست و امروز هم رفته ایستاده است که در داخل کشور هم زندان شدن و امروز نوبتی هر یک قدمی ما و شما میتواند بیاد. ولی این موره از یعنی که مبارزه بردن نباید که چیکار کند؟ بترساند. به همون خاطر ما چیکار میکنیم؟ وظیفه‌مون رو انجام میتیم، کاری که هست باید انجامش بدیم و ما میدونیم که در این راهی که برمدگیم این راهی نیست که در سر راهی ما گل کاشتگی باشن که انک گل میکنیم در سر رای تو مبارزه بر در سر رای ما خار کاشتگیم، در سر رای ما موانع و لیجایشی پالیسیسکی زیاد موندگیم. با هر یک گپی که میزنیم یعنی که هزارها مصیبت بالامون میتوند بیاید، اما تنها ما تن به فنا دادیم تا زنده شما باشید. بله، هدف ما تن به فنا دادن ما است تا اینکه شما ای ملت و مردم عزیزم یعنی در روزگار خوب و خوش زندگی کنید. همین است. چون ما دیدیم اگر مردان از این ملت نخیزند، در مقابل این رژیم دیکتاتوری نایستند، پس هیچ چیزی انجام نمی‌یابد. پس انجام کار در مقابل رژیم بعضی از مردان یعنی که در مقابل این رژیم ایستادگری باید کنند. ایستادگری میکردگی ها انشاءالله که هستند و ما هم در خدار اون برادرانه که ایستادگری دارند یعنی که ایستادگری خواهیم کرد و تا اون روزی که الله سبحانه و تعالی امانتش نگیرد یا اینکه هر سرنوشتی که برای ما آماده کرده است که ما راضیم از هر سرنوشتی الله و لا راد لقضاء الله، هیچ یعنی تغییرات در اراده الله نیست که اون نشود یا اینکه بشود. الله هر چیزی را که خواست اون می شود. پس ما تسلیم اون هستیم، ولی تا آن جایی که میبینیم و میتونیم کاری که انجام بدیم برای آزادی این ملت انجام داده ایستاده ایم و شما هم با ما بپیوندید. بپیوندید منظور که یعنی با فکرها، با مثلا هر شکلی که هستید با همون شکل با ما بپیوندید. پیوستن شما یگان شکلی نیست که یگان کار زیادی انجام دهید. همین بودن با مبارزه پیوستن است. همین کار معلومات دادن از رژیم همین مبارزه است، پیوستن است. هر شکلی که میتوانید در مبارزه باشید. والله این پلاتون سرتان میماند، این خانه و در این زن فرزند ماشینتون رحمان و مقاماتش شکل میکنن که پشیمون میشه تولد شدگیتون. بچه‌ای بودن که 100,000 و 200,000 جمع کردن رفتن بیزنس و خانه و همه چیز همش زدن گرفتن. یکی اگر همو 5,000 شده مبارزه میداد لااقل میگفت که الحمدلله 5,000 شده مبارزه دادم یا 10,000 شده مبارزه دادم. نه که رفت هم پروش همش رحمان و فقط مقاماتش زد گرفت. بار تهمت دروغ میکنه میگیرن پلوتای دستت. به همون خاطر مرد بودن در کار، در مبارزه بودن در کار. برادران زیادی را در امریکا میدونیم، در اروپا میدونیم، در بریتانیا میدونیم، در نیوزیلند میدونیم، در هر کشورهای دیگر میدونیم خداوند براشون نعمت‌های زیاد داده است. برای رساندن مبلغ‌ها به خاطر کمک کردن در مبارزه گوناگون است. امکان ندارد که یگان مشکل براشون بشود. هزارها راه وجود دارد که یعنی که مبلغ برای مبارزه میتونه بگه که من 10,000 یا 20,000 یا هر چیزی که از برای مبارزه تا اینکه برادران مبارزه برن میبینن همیره، ولی بازم به شکل خودشون دور میگیرن. ولی این دلالت از چی میکند؟ مثلا بسیاری از کارهای هست که انجام باید شوند. شما باید بدونید ایرا دیگه کارهایی که رسانه‌ای هستند، کارهایی که برادران انجام داده هستند، نیاز به کمک ها، نیاز به مبلغ ها هست داره. پس برادرانی که میتوانند کار کرده در مقابل رژیم، پس مرد بشه. مرد یا اینکه مبارزه میبری ببرو برای من مبارزه بر، با من اگه راه انجام بتیم یعنی که انجام بتیم یک جایه، یا توی کار انجام بتیم ما با توی کار انجام بتیم. ولی وقتی که میگوی من زندگی دارم، کار دارم، دیگه نمیتونم،
پس سهم خودت بگذار در مبارزه تا اینکه برادرانی که مبارزه میبرن کار را انجام تیان. مثلا برادرانی که تلفن‌هایی که خریدن، برادران از امریکا، برادران از روسیه، برادران از یعنی که بریتانیا، برادران از اروپا، تلفن‌هایی که خریدن مبلغاشون دادن، الحمدلله رسیدن، بهترین کارها را انجام داده‌اند. و خدا قسم دولت رحمانوف یک نمود غفلتگیر است که دیگر راه ندارد. ما دانستیم که چیکار کردیم و میدونیم چیکار کنیم و برای چی کار کرده ایم اوش معلوم است. رحمانوف اگر شاروخ یعنی که شاهینات در 4 طرف دشان بمونی، اگر لوبوخ المقعد تا بدرونی فایدت نداره. ما یگان کار نمیکنیم که تو او قطوپای باشیم که تو برادران مبارزه بخپی. یگان کار کردن نمیتونی، یگان چیز از دست نمیآید. چرا؟ چون که اون کاری که ما انجام داده ایم یعنی که کار نیست که یعنی همین خیلی عادی قطعی تو برای اونا را بخپی بگیری. پس کارهایی که انجام دادیم الحمدلله موفق بود. خداوند برکت بتید برادرانی که در این قضیه سهم داشتن و خوب کارهای دیگه هم ادامه داده ایستیم ان شاء الله. اون چیزی که برای یعنی که سقوط این رژیم منحوس رحمانوف است، دیده که رحمانوف رفت پیش پوتین و چگونه لرزش تگی بود. این دلالت خودش از چی میکرد؟ دلالت از حالت وحشتی که رحمانوف دارد دلالت بر همون میکرد. و این یعنی که وضعیت بد رحمانوف همون وضعیتی است که رحمانوف راه دیگر جز از چی؟ جز از یعنی که تسلیم در مقابل مشیت و آنچه که ملت میخواهد ندارد. دیگر راه دیگر جز این ندارد. پس آمادگی ما و شما در مقابل رحمانوف و رژیم او باید با هر شکل یعنی که با هر راهی که میتونیم انجام دهیم. برادرانی که در هر کشورهای هستید، در روسیه هستید، در اروپا هستید، در امریکا هستید، در یعنی که ترکیه هستید، در هر کشوری هستید، راههای به خاطر انجام کار در مبارزه انجام دادن کارمون انجام دهیم. مثلا برادرانی که در یعنی که با پیپل است تا به حال گفتیم که باید کار انجام دهیم، چیزی نشده است. بله برادران از امریکا با دیگر شکل ها کارهاشون انجام دادن، الله برکتشون بده، چه از اروپا چه از امریکا. بله برادران دیگری که هستن یعنی که واقعا هم دیگر در یک حالتی یعنی که قرار دارن که نمیدونن چی بگیم دیگر. یعنی ما کارمونه همه با هم باید انجام دهیم. در انجام کار باید ما همه یک جا باشیم. اگر همه یک جا نباشیم پس ما نمیتونیم چرا که در صفت پختن طعامی که یا خوراکی که ما گفتیم یعنی که آماده باید شود به اون شکلی که ما و شما میخوایم به اون شکل آماده نمیشود. پس این دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر اتحاد ما، اتحاد کلمه، اتحاد هدف، اتحاد مقصد. پس اتحاد مقصد، اتحاد هدف باید در هر یک قدم ما باید باشد. اولیای امور، پدر و مادران در مورد فرزنداتون دیگر مقابله نکنید. خواهش میکنم حافظ او تو نمیتونی باشی، گپی من تو نمیتونه باشه. در نصیحتش که در راه بد نباشد، گرچک نشود، کریستال نکشد، بنگ نزند، مواد مخدر استفاده نبره، یعنی به عملهای بدی که اون یعنی که از همون یه بچه که تو گرچک داری، یا زنک به زنگ زد گفت که بچه ما به پدر کلام کردم، کریستالش دادن، یعنی که همیتری وضعیتش بزیب در خانه ای تماما دیگه او بچه نیست. ای همون کریستال خوردن ده، ای همون یعنی که پرسمنت های در شنبه هستن قریب 60-70% در داروش نوندگی هستن. اگر همونایی که در داروش نوندگی شونن در مقابل رحمانوف باشن، ای کریستال خوردن حرام مردن ده مردک وره در راه وطنش دینش ایمانش در مقابل رحمانوف باشه، او برای پدر و مادر بهتر نیست؟ همین خودتون فکر کنید. یک جوانی که کریستال قطعی اسپارسمنت کریستالش میتن میالش او وقت نمیفهمید که اورا. پس قبل از اینکه اورا همون مواد مخدرش میتین در مقابل همین رژیم مردانه اگر بیسته مبارزه برای تا اینکه وطنش آزاد کنه، برای مادرش فایده، ولی برای پدر و مادر که یعنی که کریستال میخوره و مواد مخدر بچهش استفاده میبره، او دیگه نه نسل تازه داره، او دیگه نه به خدمت میکنه، او نه به وطن خدمت. جوانای با عقل باهوش باید بفهمن که مواد مخدر میکشته است. رحمانوف هم میکشد،
پس مردن از دست رحمانوف با شرفتره یا که مردن از مواد مخدر؟ همین را فکر کنید. آیا مرگ از دست مقامات رحمانوف مردن با شرفتر است یا اینکه از دست مواد مخدر مردن با شرفتر است؟ در مواد مخدر حرام میبری، از دست رحمانوف مردن با درجاتی میره که برای این ملت فایده آورده. پس هر دشه باید این ملت فکر کنه، هر دشه باید این، یعنی که مردم باید فکر داشته باشن تا اینکه کاری باید برای مقابل رحمانوف انجام تیان. بچه تا با کریستال، شورخ، قطی پروینه و قطی اشرف گلف و قطی همینا میخواستن که با یعنی که داروخانه دارن صفت فرما و همون قطی از بین برن بچه تا، یعنی که با چیزایی که کی میداره فراز. پس با کدام شکل باید میخوایی که فرزندت بمبره؟ هیچ کس نمیخواد فرزندش بمبره، ولی او مرده است، ولی او را کشته سن. کی کشته است؟ همه اویلا. چخیل اینا میتا کریستالش داده است، مواد مخدرش داده است. پس تو اگر خواسته باشی که کاری کنی که فرزندت در راه راست باشه، اول کوشش کن که فرزندت نه مواد مخدر استفاده بره، نه اگه کاری غلط بکنه. این یعنی که معین است. ولی وقتی میبینی که راهش تو گرفته نمیتونی، پس تو بدون که یگانه راهی که در مقابل رحمانوف است، یعنی که واقعا باید ایستادگری کردن پدر و مادر و کار تو داد زدن تو مادر دیگه میگه فایده نداره، بچه من تموم شد، این بچه من 19 ساله میشه دیگه رنگ یک بچه نیست، رنگ کنچینیه میگه و پش پرفتگی چه فقط اگر چیزی نه و امور نخره رنگ دیونه. انا میره بفهمی، انا میره هر یک پدر و مادر خوب بفهمه که کدام وضعیت و کدام حالت یعنی که ما و شما فعلا جوانامون قرار داره. پس یگانه راهی که از در مقابل رحمانوف ایستادگری نمودن، مردک وره، یعنی که در مقابل رژیم عملهایی که باید ما و شما را به پیروزی میبرد این ملت باید انجام تیه. خوب، بله. خوب بیننده عزیز و گرامی، در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. فعلا واقعا هم زیر 245 لایک شما و در نظرسنجی که از زیر 500 نفر در نظرسنجی اشتراک نمودن. 94 میخواید که انتظار باشه تا رحمانوف سال 2027 برق دهد. انتظار رحمانوف تا سال 2027 میخواید که رحمانوف برق دهد. نه یک ثانیه بودن شنه میخواهم. بله، راهی دیگری نیست، یعنی راه دیگر نداریم جز همین رحمانوف، چون که ما یعنی که دیگه غلامیم، باید که همین هر شکلی که کنیم رحمانوف باید باشه تا اینکه دیگه راه نداریم، چون که رحمانوف یگانه یعنی که شخصی است که دیگه امکانی نبودن اون نیست، او باید حتما باشد. یعنی خوب، بله، الحمدلله. در گذاشتن لایکاتون ملت و مردم کوتاهی نکنید تا اینکه یک مادر یک پدر میتواند ببیند برنامه را و سببی کار میتواند یک پدر یک مادر باشد که تخدا تکی هیچی نشدی، نه بچه تا نصیحت کردی، مرغوره در لوبوی دولت دنیا گشته ایسای. درست. پس اگه کاری برای همی وطنت بکن، علال اقل میگم که تو کار کرده ایسای، بلای کت این همی خدمت های، با پولت خدمت های، با معلوماتت خدمت های، به هر کاری که برای مبارزه انجام میتی خدمت های. این همینو را انجام بتید. این همی کارای هستن که هر یک قدم ما و شما یعنی که باید انجام تیم. پس امکان ندارد که یعنی که به همین خیل خاله بیغمی شیشتن کاری بکنیم. یعنی که این غیبت نترسه، ترس عمر شما را دراز نمیکنه و جسارت عمر تا کوتاه نمیکنه. مردانی که جسورن شما فکر میکنید فقط که اونو تیز میبرن، نه. و مردانی که ترسون چکن فقط تلخکف شده با همون تلخکف های یکم یا زندان میشون یا میبرن یا در پرابلم هم میزنن. برای چی؟ برای تلخکف های نه در نزد الله قدر داره، نه در نزد مردم قدر داره. همون خیلی حالت مرغی قطعی از دنیا میروه. او در انسانی بودگیش در انسان یعنی که یه انسانی با شرف در دنیا زندگی نکرد که بوش که انسانی با شرف زندگی کرد. پس وقتی که میخوای انسانی با شرف باشی، پس برای قبرت، برای دنیات و برای آخرتت کار انجام بدی. اگر میتونی انجام داده، ولی اگر نمیتونی پس چی هستی؟ یا انسانی هستی که تک از محنت دیگران بغمی نشاید که نامد نیهند آدمی. تو نمیتونیم تر ما همچون یک انسانی مکمل یک انسانیت بدانیم که تو یعنی که شایسته و لایق کاری هستی.
خوب بیننده عزیز و گرامی، در قضیه برادران گرامی دیگه در قضیه محمد تقایف همین قدر میدونم. اگر شما 3 میلیارد بارم بپرسی این قدر زیاد معلومات ندارم. درباره محمد تقایف هم قدر میدونم. برادر در بازداشتگاه هست و امیدوارم که انشاءالله آزاد می شود. خب دعا کنید در حقش، یعنی که با این کارا نه پول پگاه دیگه میشته محمد اقبال کشتن، محمد اقبال زندان شده است. همین دعا کنید در حق ما. تمام دیگه ما کار کردن نمیتونیم. طوری که بگویی که فکر کنه که یعنی ما از دستمون یگان چیز میآید و نکرده است، این طریق گپ نیسته. اما خاطر دعا کنید الله سبحانه و تعالی برادرمون و دیگر برادرانی که در هر وضعیت‌های بی‌زیبی قرار دارن خداوند نجاتشون بده، خداوند آزادشون کنه. هر برادران ما و شما که در این یعنی که با حکم‌های این رژیم در هر کشور دنیا یعنی که قرار دارند و در مصیبت هستن، الله آزادشون کنه. خوب بیننده عزیز گرامی، آغاز برنامه امروز ما تا همین شکل بود. امیدوارم که برادران منتج یا اینکه برادران قسم تکنیکی ما فردا برنامه سیمیکن نیوز آماده کنند و روزی اگر امکان داشت امکان پیدا کردیم، چون که ممکن است که یعنی که نرسیم، ولی خدا کنه که انشاءالله که تمام کنیم. گزارش سالانه روزی سه شنبه نشر میکنیم و روزی چهارشنبه منبر مهاجر یعنی که نشر میشود. ولی اگر دیدیم که نشد، روزی همون چهارشنبه در روزی یعنی که منبر مهاجر گزارش سالانه اصلاح انشاءالله که نشر میکنیم و با همون دیگر خدا خواهد سال 2025 به آخر میرسد. از آغاز بازم شروع میکنیم به مبارزه بردن تا آن شکل، تا آن جایی که انشاءالله از دستمان کار میتواند بیاید و کار میتوانیم انجام دهیم. خب برادرانی که مینویسن ما نمیتونیم در یوتیوب تماشا کرده، خب به همون خاطر ما از آغاز برنامه براتون گفتیم که در فیسبوک داخل شید. فیسبوک آسانترین شکل و راه دیدن برنامه های اصلاح هست. شما میتوانید در اصلاح داخل شید، در هر یعنی که گروه هایی که قرار دارید اونها میتوانید در اون گروه ها یعنی که برنامه ها را تماشا کنید. هیچ مشکلی یعنی که وجود ندارد. تنها و تنها فهمیدن در کار تا اینکه شما بتونید در دیگر برنامه ها، در دیگر بخش ها یعنی که در آمده برنامه یعنی که منبر مهاجر در همین فیسبوک تماشا کنید. یگان مشکل در دیدن شما انشاءالله که وجود ندارد. تنها و تنها شما وارد یعنی که فیسبوک شوید و در فیسبوک برنامه همین منبر مهاجر بدون مشکل چنانه که مشکلاتی که داریم در یوتیوب در روسیه در فیسبوک که نمیدونم اوشم با وی پی باشد، ولی در دیگر کشورها مثلا با فیسبوک تماشا کردن، مثلا در تاجیکستان با فیسبوک تماشا کردن آسانی دارد. چرا؟ چون که یگان مشکل دیگر در مبلغ سپاریدن نیست. در یوتیوب اگر پول بسپاری، در فیسبوک چون شبکه اجتماعی که به شکل هست که پول نمیسپاری. به همون خاطر میگم میتونید که در فیسبوکی چندین گروه هایی که در فیسبوک هستند در آمده یعنی برنامه منبر مهاجر را ببینید. هیچ مشکلی وجود ندارد و اگر در یوتیوب مشکل ندارد پس در یوتیوب یعنی که ادامه دهید تماشا کردن. خب یک برادر داخل شده بود. وقتی صحبت من میدونید که صحبت من حدود 1 ساعت گاه تا 1 نیم ساعت ادامه پیدا میکنند. از آغاز برنامه داخل شدند و تا اینجا را بودند. به همون خاطر وقتی که من صحبت ما تمام میکنم با شما همون چی را رقمی که در واتساپ هست همون بمانید تا اینکه ببینن. و برادرانی که در هر کجای قرار دارید نهایت سال است، واقعا همون چیزایی که باید ما سپاریم تا به حال نسپاریدیم مربوط به پروگرام و مربوط به معاش ها، همون یعنی که مبلغی که باید که در پیپل برادرانی که باید روان کنن خواهش میکنیم دستگیری خودتون بکنید. یعنی که برای بعضی ها هیچ مشکلی وجود ندارد ولی واقعا برای مبارزه مهم است. یعنی آنچه که ما میکنیم برای شما است نه برای کسی دیگر. پس انشاءالله که پیپل اصلاح هم گذارید تا اینکه بتونن برادرانی که میتونن توسط پیپل کار انجام تیند مرحمت کاری که باید انجام تیند انشاءالله که انجام تید. خوب همین است.
شکلی برنامه. بله خب اگر برادرانی که واردی برنامه میتونن شدن مرحمت واردی برنامه شوند تا صحبت کنیم، چون صحبت هایی که من باید انجام دادم اکنون چی است. خب برادرانی که سفر دارند به وطن، الله سفر به خطرتان بتیاده. خداوند همه اون مشکلاتی که در زندگی دارید الله سبحانه و تعالی از سر شما دور کند اون مشکلات و خداوند. خب برادرانی که سفر دارند دعای سفر طلب میکنند، خداوند سفری به خطرتان بتیاده. انشاءالله که ما همیشه دعاگو در حق شما برادران مبارز هستیم. سلامت باشید. خوب سلامت باشید. خوب وطن 665. بله برادر محمد اقبال است. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار نگهبانت باشه. پروردگار برادر محمد اقبال دعا می‌کنیم که کل مبارزا را پروردگار دشمناش و پروردگار هم در این دنیا کور کنه، هم در او دنیا پروردگار برادر محمد اقبال. برادر محمد اقبال از این رحمانوف در دست رستم بتیا. این رحمانوف خودش یک خونخرای. رستمش بیاید، رستمش دل جگر ما میخوره. برادر محمد اقبال والله قسم اگر رستم در سر قدرت بیاید کو بعد بدیم کو بطه میشیم. برادر محمد اقبال والله قسم بطه میشیم. ای برادر محمد اقبال والله قسم کو نه پروای ملت داره نه پروای وطن داره. ای کدام شهر برادر محمد اقبال اگر سنی وطن پرکو والله قسم مست میفرورنش. ای سمالیوتش مست کویا ژورنالیستی مو کویا ببره سیومکاش کنه رفتنش اومدنش. ای پروای ملت به نام الله نداره برادر محمد اقبال. وای ترسشو خیلی میکنه آخی. ترس ای واش مردک باشه شاید در یک سال یک بار نمیبره خاطر حاجی را گپ زنه. والله قسم رحمانوف در خاک سویت ایکو رنگی تو تروسلیک ندیدم. ای بمبر رحمانوف. برادر محمد اقبال بچه ها زنگ که استاد محیدین کبیری چوه گپ نمیزنه ببره گپ زنه. من از زنگ زدن که بگو گفتم که مایله. نه گفتی انشالله فهمیدن. خلاص سلامت باشی برادر. زنده و سربلند باشی برادر محمد اقبال. سلامت باشی برادر. خب برادران گرامی، یعنی که در همین جبران اومده که گپ زده هر کسی که صحبت کنه صحبت میکنن. در یعنی که ما اون چیزی که میگیم مربوط به برنامه‌های مقرری یعنی که همیشگی خودمون است. دیگر ما یعنی که سخنگوی کسی نیستیم، ایتنی کسی گپ نمیزنیم، برای کسی گپ نمیزنیم، یگان کس نمیگیم. این وظیفه هر یک شخص خودش است که چیکار میکنه. هم خاطر گپی دیگر را که یگان کسی دیگر را بگو، یگان کسی افترکی وظیفه من نیسته برادر. هر کس خودش اختیار دارد و میتوند کاری انجام دهد. وطن 665. بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب هستید اینجا. الله لعنت کنه هر کس که بر حکومت رحمانوف صدقاً خدمت میکنه و برای منفعت خودش و منفعت همین رژیم خدمت میکنه. الله خورش کنه. آمین. استاد درست کردی که همین ما کردور نیستیم. بله استاد کبیری کوریخ چه میکنه ما کوریخمون میکنیم. ما طرفی دشمنی نداریم و همین از سخنی همو زده چپک اگه بهترین نیسانه حق شکده ما کوریخمون میکنیم. استاد همین چی را بگم مسئله همین رادیو آزادی را تماشا کردم.
همین گپای ما واقعا راست برو مثلا علال خصوص خودت گفتی که 27 هم سوی تنها میگیری هیچ که رادیو آزادی در نگاه کردیم که کاملا اجازه داده که پنلای افتو این هم چیه آخه قوای برقی اجازه داده شوه بودش بین علاق ده اینجا معلوم میشوه که برق در 2027 هم خدا خواهد مردم آیات هم برورین او پروستا تک اجازه نمیته که آخه بله کارات جولی کشمر ای پیش ای آخه کشمر ای پیش ای میفهمیدگی و میره باید بفهمه که این همی ای کشمر رحمونوف ای پیش ای برای چی؟ به خاطر که رحمونوف یعنی که ایستده اوسنش قریب تره یکتا همه میدونن خوب دیگه اعمار امت محمد از 70 تا از 60 تا 70 است رحمانوف وجه یعنی که همو یعنی گفتیم بعضی گپا که در قور پرگولش مونده سن پدن حالتا در قور پرگولش مونده سن یعنی که 60 تا 70 اعمار عمر امت محمد رحمانوف او طرفش نزدیکتره به این طرفش یعنی نزدیکتر نه از مره گذشت یعنی از همون مره معینه گذشت بعضی آدم است که الله سبحانه و تعالی عمر طولانیش میتیه رسول اکرم حتی ارذل عمر دعا کرد است که خدا منه از ارذل عمر یعنی که عمری که آدم پیر شود دیگه در یعنی که نزدی فرزند هم خور میشه در نزدی هم خور میشه پلدار هم باشه هر کسی هم که باشی ولی همین است که یعنی که مهمترین چیز ثابت قدم بودن و استوار بودن در زندگی در مردی در یعنی که هر کاری که انجام میدی پس کشمری رحمان بله. و اویله رحمان نزدیک است دیگه اونا رو پلاشون نجاتشون نمیتید این طریق پلدار لو زدگی بود که پلیزیا داشتن رفتن پلاشون هم زندگیشون رفت پس همین است بله بله استاد بهترین خیلی که مثال در قول پرگولش موندهسن ای حرامزاده در قول یک چند سال شید پرگول موندگیه برای چی؟ برای که نه مردم مخید صدفل مردمی صدفلی تیز باور کنی خش کن خودکشی بگونه پرست این پدرسک در 34 سال نه توجیکی را یاد گرفت نه ایمان مونه دین مومین اسلامی توجیکی را یاد گرفت هیچی یاد نگرفت بعد نه روسی را مقلن سوز گپ زن میتونه نه هیچی چطوری ایمان کورتی خدا زده امیره باید ما ایواز کنیم انا همین من قرطه این ملت تا ایواز نکنه روزی به و روزی خشه نمیبینه برای ایواز کردن بله استاد برای کارو استاد برای این کارو مردم باید بدور شود تستر و در هم دمای آخری حمله اقلا یک کاری کنن هیچ جای ترس نیست هر کس که می ترسه واقعا بزیلت به شرمندگی نخواه همی ترس استاد بخشش همی مینوت همید بوره در گپ زنم نخواه توی درجه را همی مردم بترسه که ایا رژیم در کیم کجای مردم در کیم طرف دیگر اولی همی ترسه خب کنین گپ نزنین عقل ندارین فکر اندیشه نمیکنین مردم که او هم کشته سای بختونه کشته سای او تون نمیته مردم در دهشت وحشت دزدیده سای شی کاری که میفرش کرده سای و رادیو زودی را نگاه کم دملو هم بیچاره رخشونه حکیم و کودککو شدیدم واقعا دیلم گنده شید ما مردی ملت نیستیم که او ببرویا 8 سال 10 سالش دودگی که او ببرویا کودکو خون میخره و چای و گاب میزنه کودکو گاب میزنه دلت پری خون میشوه قاطی کودکو با وقتی خش گاب زی سر تلفن شابک شد چطوری گاب زنه چکو کنه او کنی هم مردکو همی میلاد اختونا مردک هم میلاد نمیگیریم بگو هم مردکو را و همو چوش ما بامه دکی در مردم بچه دارم مردکم کمی فکر کنین یکو مشکل نیست در همین دنبالا قطع تماس برمدن یکو مشکل نیست یه مده یه بار تماس برو 3-4 مده یه بار تماس برو تماس بگیرن ضرر میکنن هر کسی که با ما تماس داره یگان ضرر برای او را نیست و نرسیده است برعکس چیزی میدونیم که براش مشکل است راهنماییش میکنیم در ما معلوماتی که در یتیم میرسه تمام میرسه هر معلوماتی که یعنی که مهم هست تمام میرسه
بعضی برادرها حتی یگان کار نمیکنن، وضعیتاشون رو میخوان بفهمن. یعنی که ما منظور نمیگیم بله که من دوملو موس بگی تو دیگه حتما تو باید کارت انجام بدی. تو هم فرزند این ملت، هر چیزی برای ملت وطن ملت میتونی انجام بدی. مهم نیست تماس گرفتنی تو، ولی اگر فکر داشته باشی که کار میتونی انجام بدی، مرحمت. بله بله استاد نگاه کده امی گپ ما چند بار گفتم، همین دو یک بار دیگه با میگم هم گپی کهنه تکرار میشوه. همین خودت میدونی مقامات رحمانوف میدونه که همین ما شخصا این همین ما پاسپورت ندارم در همین روسیه، همچون یا بومژ هم بگیم حساب میشوه ده. بوریزامون بردسیم گپمون زدسیم کارمون کردسیم. اینا خدا خودش میدونه، دوملا میدونه، هیچ که نمیدونه. هم خلاص بله مقامات رحمان میدونن. در اینجا ما هم طرفی همین اوکراین طرفی داریم، بسپولودنیکو با توی سارمون شو مگذاره پری روس های همینجا روس که ابشین و ایشی اوشی هست. نیکی توکل به خدا کدگیم کو خی، توکل به خدا کدگیم کو. چرا شما نمیتونین همین کارا بکنین؟ ای بای بعد میگه توجی بکاری 10 میلیون توجی که رحمان غلام کده امرا مناپولیا کده، ولی هم شما بترسین. ولی دهشت ای پیش ای ولی زمستون ابر اومده اونا میخوام یکم چور شوانه کی میشوه اخی پد ای لبوی کراجدت کانش ممکنه. زنده و سلامت باشی دوملا خدا نگهبانت، خدا کنه که مردم بدور شوه یکم کاری ده همین راهی کده بتونه. خدا توفیق انصاف شما بده. آمین آمین بارک الله. خب برادرای گرامی، در قضیه های عمومی همیشه کوشش کنید، یعنی وضعیت به یک شکلی است که رحمان رنگی گوی مرده لبوی خیلی شطه میزنه. اما خاطر احتیاطی کلی در عموم همه برادرها بکنن. رحمانوف یک تندنسی گرفته است که همیتا شخمت نی اگر پیش ترویکا بود از 3 کس یک کس میکشت، ولی حالا دیگه ایتری نیست، حالا ترویکا نیست، حالا پاپاریت که همین هر کسی را که همین دیدن نیست، چند سال شد 3 سال شد نیست باید یکون کار کنن، 2 سال شد نیست همه باید یکون کار کنن. تا فکر نمیکنید وطن کار نیست، همه باید همین را بکنیم پل کار کنیم، برای که وزارت داخله پل کار کرده است. هر کسی امیالا و دلا دورن 300-700 استن. خوب دقت کنید، آگاه باشید. کافرنیان بله میکروفون تا گرم که گبزه. کافرنیان میکروفون تا گرم که گبزه. کافرنیان خوب واتساپ معین هست برادرانی که توسط واتساپ میتونید صحبت کرده، مرحمت توسط واتساپ صحبت کنید، هیچ مشکلی وجود ندارد. ولی فعلا دیگر یگان نفر دیگر ندر آمده است. خب در قضیه هایی که در کشور گذشته ایستاده است، رحمان در حالت خیلی وزمین قرار دارد، هم از نگاهی فشاری مردمی بی‌برقی، هم از نگاهی وضعیت ها و حالت های گوناگون دیگری که در وطن هست. اینها همش فشارهای بالای رحمانوف هستند. برای اینکه بعضی مردم بیشتر بفهمن معنی گپی منه همین است. مثلا تا در خانتی زنت میگه که در خانه هیچ نیست بخوریم، یک طرف بچه‌ت میگه که وضعیت ایتریه، دختر وضعیت میخیله، هر یک کدومش یک گپ میگن تا عدست یگان کار نمیآید. همه طرفه از داخل خانه وضعیت بزیبه، در برابر ای تو با کار نداری، در برابر ای با در خانه برق نیست. اگه تو یا مردی خانه باید چکار کنی؟ اوش دیگه به عهده تو. رحمانوف ان همین خیلی آدمش دیگه اوزی، یعنی که نه برق های، نه کار، نه زندگی های، نه از نگاه سیاسی وضعیت خوب داره، همش وضعیتش باید شکلی ترب است. همین هر کدومت که حوزی مرده، یعنی همین حالت فکر کنه که رحمانوف در سرش همین حالت آمدگی است. اگه او تا چند قرار طاقت میکنه، طاقتش باید که اگه میخ کس کزانه گفته گفت که با اویله خودت چخیل رفتار میکنه، رحمانوف با مردم چخیل رفتار میکنه. یعنی او اگه تو فکر که همسایت میگه که
مثلا یگان چیزم بودی من ندارم بخورم، تو میتونی لوبوی خیلی او را بزنی، یا که یگان برادرت حتی میآید میگه ندارم، تو داری نمیتونیش دوده نمیفورد بتیش. یعنی لوبوی خیلی نمی خیلی اذیت فکر کنی رحمان در آن همین حالت قرار داره. پس یعنی که حالت بازی نیست، این حالتی خیلی وزمینه. پس باید دیگه این ملت فکر کنه که چیکار باید بکنه، چیکار کردنش باید در همه حالت باید فکر کنه که چیکار باید بکنه. در غیر این حالت وضعیت ما یعنی که بهبود نمییابد. وضعیت ما را بهبود بدنش ما خودمون چیکار میکنیم؟ ما خودمون یعنی که وضعیت به همین شکل ادامه پیدا میکنه. اگر در حالتی که ما و شما چیکار نکنیم، کاری که باید انجام تیم انجام نتیم. خوب، سلام. بله، میکروفون تا گرم که قبل سلام. الو. بله. اوضاع مسئله که بله اوضاعت هست، بفرما. صدای نفتی خوبه، سلامتی ها خوبه مسئول؟ سلامت باشید. بچه خوبه مسئول؟ الحمد. در اینجا صورت های شما چسبیدگی ما شد ندیدیستم. اوضاع ما 100% کسته هم؟ اوضاع شما 100% است برادر. اینترنتتون مشکل داره، با همون خاطر شما صحبت کنید برادر. 100% صدای شما هست، دیگه مشکل وجود ندارد. بله اینترنت شما مشکل داره، بفرما. روز همین سوالی ما همین که شما چی میخواهید؟ من نفهم. ما میخواهیم که مردم آزاد باشد، مردم برق داشته باشد، مردم مهاجر نشود، مردم جای کار داشته باشد، مردم آزادانه در وطن و در خارج زندگی کنه. انا میشه میخواهیم، دیگه هیچ نمیخواهیم. سببی اینمی مهاجری و بی برقی و سبب شد. سببش مخالفو برنامه دارن، مردم رحمانو برق نمیتیه. سببش همین که مردم ناراضی شدن، رحمانوف مردم چپ گرفته است. چی سببه نمیدونم. سببش کار ندانستن رحمانوف، سببش ناعهده برو بودن رحمانوف. همین تو در خانت پل کار نکنی، زنت زندگیش خوب میشه و سوال کودکات زنت زندگیش خوب میشه و پدر و مادرت سوال دته. اگر جان اوضاع شما گرین خیلی چسبیده، من نفهمیدم اوضاع شما رو. من زنم هم میدرم. خب زنم هم بدرم. کم در چسبیده هم اوضاعتون. اینترنت شما مشکل داره برادر. از اونه مدیراتورا همون سیلکای استریما یعنی که موندم بگیره برای بعضی برادرها گذاشته ایستن. استریما سیلکش گذارید و برادرایی که ندارن در تلگرام اصلاح هم استریمی اصلاح بگذارید و برادرایی که توسط واتساپ میتونید زنگ بزنید اگر مشکل در یعنی که استریم باشد توسط واتساپ زنگ بزنید گپ بزنید. برادرایی که امکانی یعنی که میخوان صحبت کنن ولی چی نمیتونن صحبت کردن، مرحمت. خب بله خب فعلا یگان گفتگو زنگ های نیست ولی زیاد نوشته ایستادن برادر. خوب نوشتن شما رو همش من خوانده نمیتونم در برنامه، چون فرمت برنامه منبر مهاجر صحبت کردن است و آغازش همون صحبت من است و دیگرش صحبت مردم است. خب با همون خاطر صحبت شما مهم است، یعنی که زنگ هاتون. و میدونیم در روسیه وضعیت مثلا حاضر در همینجا 1600 نفر اشتراک دارند، با برنامه دیگر 1670 نفر اشتراک دارند در برنامه و از همین برنامه اشتراک میکردگی ها تا جایی که من دیده ایستادم از قزاقستان، از تاجیکستان، 58% از تاجیکستان و دیگرش از روسیه، از آلمان، از امریکا، از ترکیه. یعنی دولت ها یعنی که هستن
ولی خب دیگر همین است. خب سلام. بله بفرما. سلام. صدای من هست؟ نیست صدا. خب ایسر بابا. خب بعد بک صبر میکروفون تگیرون که گبده خب بک صبر. دولا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم انشالله که تصحیحات گفتی امو افغانو که جور هستی. الحمدلله. همه یک هفته میگه غم میویا، هفته شادی میویا و آزادی استاد محمد رضی اسکندر رو تبریک میکنیم برات. خدا کنه که همه جوان مردایی که بگناه کنجی زندان شیشتن، بگناه شیشتن، خداوند همین روزا نصیب شو کنه. آمین. جای تعجب تأسفه که یک ظالم فرزندای ملت رو میبره 20 سال 30 سال زندانی میکنه. بله. بهترین خشیهای حیاتی که در خوبه و همو غیرت همو توانایی و در ملت صرف میکردن، این ظالمی حرامی اینا را زندانی کرد که در زندان یا عمر خدا بگذرانن. بله. خیلی نمیدونم اگه جو سر کنیم اگه جو شروع کنیم گپا بسیارن دلا و رمه گپ راستیش. عکسی محمد رضی را بمانید است مردم ببینن. و ما یک عکس از یک نفر هیچ نمیشناسیمش خوب به اصلاح رسید و عکسی محمد رضی اسکندروف. و اگر در فیسبوک خوب برادرانی که در فیسبوک دیدن و برادرانی که در فیسبوک ندیدن، بعد از 23 سال زندان از وانکا میشینن مردم. این همی خیلی یک جوانی خیلی جوان میدروید از زندان. اگر عکسی دیگری محمد رضی اسکندروف هم بعد باشد تا اینکه مردم ببینن که اول چگونه بود و بعد از زندان 23 سال از سال 2004-5، یعنی که واقعا هم یک عمر انسان است. فکر کنید که یعنی که خیلی واقعا دهشت است. یعنی وقتی که انسان نگاه کنید نمی محمد رضی اسکندروف است، نمی که در سرش کپکه است، نزدیکش که تا مردم ببینن. نگاه کنید که پس از زندان برآمدن با کدام وضعیت و با کدام حالت است. همون قدر خانه خنکایی که با کرتکه و با جمپر و با شپکه شتگیان در خانه نزدیکش کرده بستونی. اگر نزدیکش که تا اینکه مردم ببینن. خب بیشتر صحبت نمیکنیم درباره اینا، چون که هر حالت اینا یعنی که دلیل میکنن، بعد از اون میگن چرا که خیلی شد گفتن. نگاه کنید یعنی که بیچاره پس از زندان برآمدن یعنی که با کدام حالت برآمده است. انا این حالت امروزه محمد رضی اسکندروف است که نگاه کنید یعنی که پس از زندان برآمدن چگونه شده است. این رئیس حزب دموکرات یک آدمی که میخواست که پرزیدنت. بله صدا هست. خب همین است. بله صدا هست. نه میگم صدا میوه نه. بله برادر صدات هست. اینمی برادر مدامی بوره اینمی یعنی که محمد رضی اسکندروف بود که خب رئیس حزب دموکرات و بازداشت شد و 20 چند سال زندانی شد و پس از اونجا برآمدن یعنی که فعلا دیدید که با کدام شکل و با کدام صورت هست. انا همین از زندان رحمانوف، انا همین است یعنی که وضعیتی که دولتی یعنی که ملی میگه، دولتی که اون با منفعت ملت از گویا و انا خیلی آدم شهرونده میدراره زندان میکنه و از زندان میبرارش به انا همین حالت یعنی که قرار دارد. خب داخل کنه. خب این همین است. بله برادر. داملا محمد رضی اسکندر زندان شیشتنش
این چند نمونه دارد برای ملت ما. یکم که یک مردی با سواد و شجاع بود، دیم که یک نفری پولدار هم بود، یا حساب مالی هم بگیم غنی بود، سیم که یک نفری قماندان هم بود در دوره مخالفین، یک از قماندان های بهترین مخالفین تاجیک محمد روزی اسکندر بود. چهارمش که در همین حکومت وقتی که داخل شد زیر سایه رحمانوف نرفت. با اگر محمد روزی اسکندر رو خاکزنی میکرد هیچ وقت رحمانوف را از کنارش دور نمیکرد. این مقابلی همین حکومت دید که نو عدالتی، دید که رحمانوف نسبت مردم داره تجاوز داره، در کنار آمد در برابرش در مقابلش ایستاد، حزب تشکیل کرده مقابل. اولین شخصی که در داخل تاجیکستان که مقابل رحمانوف مقاله نویس، گازیته هایی که محمد روزی، مجله هایی که محمد روزی اسکندر می نویس، اگر مجله هایی که نقش شده او دوره ها 50 دیرم و 1 سومانی بدن، مجله محمد روزی اسکندر فقط 10 سومون 15 سومون دریافت نمی کردی. با رقم با بگیم شتوب یا که همو حساب می برامد خریداری می شد. این محمد روزی اسکندر رو با همه قنیگاه نکرده 23 سالم 20 مردانوار 6 در زندان. چون نکردم این کاره؟ نه چی گپ نشید که نبرمد که با سری بلند اگر بمرانی مثال خداوند نگهدارش بس 100 سال دیگه عمر بیا، اگر از دنیا بروه این نامش در تاریخ بازار می نویسد یک نفری که سیدی توق رحمانوف سر فرو آورد. این هم میگن مردانگی، این هم میگن غیرت، این هم میگن انسانیت، این هم میگن وطن دوست، این هم میگن یک مرد اصیل تاجیک. بله بله واقعا است. به خدا قسم داملو باید به خدا خون باید ما بگیریم برای اون نفرایی که به گناه ششتگی هم 20 سال و 30 سال برای یک جرمی که زدی حکومت رحمانوی گپ زدن بردن 20 سالی 30 سالی زندانشو کردن. چی از بشر اسد همین توجیک برای چی برای فلسطینی ها گریه میکنی وقتی که در داخل وطن خودت از فلسطین از سوریه کرده بدتری؟ برای چی گریه میکنی؟ برای چی گریه میکنی؟ اسد ایتکر در فلسطین ای گپ خبر شد. چو ای رخشانه دختره که جوانه که دخترش پسرش عیبت نشه گرفتن فرزندش بردن زندانش کردن او گپ نمیزنی. مال انبارش گرفتن مصادره کردن او گپ نمیزنی. ما همیشه تکرار میکنیم یک سوارو 140 میلیون سومالی را دزدی میکنه بخشیده میشود. ای او گپ نمیزنی. تو که خاموش میستی، تو که تجاوز میشه، تو که یا نفر ده نفر میره و زندان میشینه. این از سهراب ظفر گفته، سهراب ظفر های بگه که آدم حکومت این سهراب ظفر رفت در زندان همین ظالم شیش. کلی هم باور نمیکنه همی شما با حکومت کار میکنی یا شما با حکومت یکی. همین تو همین مردم نه برای نکشن شما باور نمیکنی. هم قدر رحمان و شیطانی که هست که دیگه همین آشکارا گپ زده ایستن، همین آشکارا گپ زده ایستیم. الله لعنت کنه رحمانوف، دودمانی کثیف شه. هر کسی با رحمانوف همراهی میکنه از بدن او راضی است. الله در دنیا و آخرت خارش کنه. میدونن همینه ولی بازم فکر میکنن که اولی هم یکم بازی رحمانوف میکنه. ما از افراد بازی میکردیم. به خدا قسم داملو، به خدا قسم بازی رحمانوف نمیای. نمی ذخیره های معدن، ذخیره های تاجیکستان چیزی که هستند از طلا، از انگشت، نمیدونم از آلومینیوم، از سرما، از همه چیز، همه را در نمی خشتبار اولادای خودش دادگی، همه میلیونر شدگی خورده و شپیده ایستادن، نمی باقی مونده تاجیک فلان کاگی. این نمی عقیده رحمانوف. اینم میگه که صبر کن ما را بفهمی. آخه یک دامادی تو تمام تاجیکستان تحت نفوذ شد. چرا دیگه چخیر بفهمانی مردم؟ ما را بفهمی. چخیر بفهمند. همه زواد و فابریک ایتو، همه کارخانه ها ایتو. نمیدونم آدم میره که در کونش اوکال بگیره باید از تو اجازت بگیره. آدم برود نمیدونم از حجت رانندگی باید از شما اجازت بگیرن. همه حق سیستم داخلی تاجیکستان گرفته در خطا آورده و بس کردگی. وطن کردن شخصی. کو تاجیکستانی آزادی من تاجیکستانی با پیش بگه که تاجیکستان شخصی رحمانوف. این ایت نام بگیره، این ایت با زبانی پرب بگه که تاجیکستانی شخصی یک عائله.
با خدا همین ترای سه چهار نفره که قاطی هم خیلی که یک چوپان همو سرگا کم کم خوراک میتیا که گرگید همو گلاش بگرده و خودش گوسفند میکشه میخره نمیتره او سه چهار کس میتیا قاطی نونی قوق گرگید همو جمهوری میخرن یگو موتور قاطی خطر اصول سواری میکنن و مورا میتیا دیگه همه ده خود چای مردم بدور شه حالی هم سری وقتای دیر نشده است و خدا قسم اگر یک سگ همین دولتی ما را بگیره ای خوبش نکنه توف در زمین نکنه در روی ما کنه یک سگ از این اینا دیدی خودت ایتریش گفته سی میگه امام رحمان پیغمبر ملت تاجیک است بود میموند میدش میگه این خچی شو بگه واقعی نه ای با خدا داملو این ملت اگر داملو والله قسم اگر همه افیروی شما و از همه بچه های مخالفه که دیگران هستن اگر همه افیرو نبوده این چهره ای را نمایان نمیکردن والله بالله قسم ای را بود میموندن پرستیش میکردن این مردم ای والله قسمت میخورم بود میموندن پرستیشش میکردن خدا را شکر که همین شما پیدا شده چهره ای را در ملت نشان داده که این چی کسایی فهمیدی داملو اگر شما نمیبده یا بود میزدن سجدهش میکردن این ملت تاجیک و خیلی که ملت را تنقید نمیکنم برای ملت هم بیچاره سری ظلم و ستم است همه میترسن داملو خیلی انشالله که ای خدا که همین ملت حد اقل بیدار شود که از حقوق خودشو طلب کنن همین حقوق خودشو طلب کنن حق خودشو طلب کنن برای ما مبارزه نکنن انقلاب نکنن همین حقوق خودشو خلاص طلب کنن که بگن که ای آدما ما در اینجا حقوق دارن در همون وطن مثل اجاره نشین نباشن بیا خارج کار کنن برون بیا خارج کار کنن نباشن رفتن در وطن خودشو کار زندگیش بکنن هم قشه این ملت همین قشه این تمدنی که فرهنگ میگه آخه آورده است فرهنگ و کنچونبانی تو کرده از رقص بازی این همی رقص بازی فرهنگ شما بوده است و خدا قسم همون شعرا و شاعرا و همون متمتیکا و نمیدونم و فیلسوفایی که ما داشتیم و گذشتگان اگر همون بیدار شوند همین حال شما رو در رو تو توف میکنن و همین فرهنگی که شما از برده و در رو تو توف میکنند و هم باز یک بار دیگه مبارک شود آزادی اسکندر و خداوند باز خبر میکنیم داملا سلامت باشی سلامت باشی بله بعضی برادران میپرسن محمد رضا اسکندرов آزاد شد بله آزاد شده است همین است دیگر خب اک بفرما اک برادرها وقتی که میگیم صحبت کنید خب استعفا رحمانوف بفرما السلام علیکم محمد ما علیکم السلام و رحمت الله اکا صوبی خوبی انشاءالله سلامت باشه برادر مردم توجی کنگو پاتا دیونه انده بخشی اخیرش رحمان خوب پیغمبر برو آدم همین پیامدگی شما با فکرم بعضی برادرها میگه که مدیراتور بلوکش کنه نه بلوکش نکنه ببینه اینم تری بچه‌ماکاتون ببینه که اینم تری میگن که ما برمادگیم دمیجا مبارزه بردایسیم انا میتا بفهمه که قبیل بردایسیم این همین آدم هایی که در هم پیام خیال میکنن لایک نمیزنن مثلا تماشا میکنن اینو تحقیر پیغمبرشون رو وقتی تماشا میکنن ده اون رحمان و پیغمبرشون های نگاه میکنن که محمد بالا چی گفته ایز چند کسی لایک موندگه اینو شیر اینا را انشاءالله بعد اونو یک چی را گفتم پرسیم تا من 2017 سال بود 16 سال بود در توجیکستان مرا کروچی پستا و کد افدم امی رنگ پستا و وری بود افدم ششم عدد بعده جاوید اکمالش نیلو بوتی های جاویدش هم وحدت هست یا بچه های دیگه و شنان شاید برام اورا یک کس بودنم ایدن در خونه گرفتم بودنم ساعت 8 بود بودنم وعده چی در درو وعدنم زدن سر کردم ما چین با تیموری چی بدم نسوشلیدی بدم دست قوازم دادم گفتن امضا که امضا هم موندم بیخد نبود امضا نمانم برای بزید بد زدنم بخدا راه ندارن بیمانم با همین جویدش بسیار مدار اقفرات که در خواه پدر ما اگراجات کردن گفتن کارو چی را معالت کارو میکنیم تاریش میکنیم در چند چی کرده $2,500 رو کام آنجا زدن گرفتم چی جنایت کردی؟ کو جنایت تبگو اول؟
جنایت باید گفتی وایو من گویا چند خونه در آمده باشم دزدی کرده باشم کسی دیگه آدما وایو قویل شدیم و تا میگه در کذات کنه ماید تو سر سو در برسه در کذات شمی اقدامی آدما میگه در کذات کردگی تیاره اگر مقصد چی باشد تو بگره دلش میکنه میره روی میکنه میره و کردشی با هم بلو کروش همه بینم با همین از دروغ شیطانی $2.5 تا زدن گیستن کرده چی با وقتی همون بگه که ما برو وادن همین جوید گفت در مرده مادر فالون کنم گفتن تو در وظیفه الله شویده همین گفت گفتمش نامو گفتن تو در وظیفه تو مردان تمیست یه روز میبریم مولوب نالوب میغالتیم یا مشت زد تا چشمون سینیاک شی الله شویده همون قصده یک 3 روز پیش در مترو لادسکی در همین سنگ پتربورگ دیدم در روش توف کردم یک شتای دیگه دادم باز را وای با اقراتون که گفتم آمدم که تا وظیفه برامدگی تو را باید کورس سرد کردگیم اما ما آدرسوش همه دارم در گیجا زندگی میکنم مقصد همون را میگون اگه اون کروکین و حضره ما یگان جنایت نمیکنیم تو همون جنایت های کردگیشن نام فامیلیا عکس پیدا که بنویس رویش که تو اینکه نشرش کنه مردم ملت ببینش که تمام آدرس در کار نیست ما یگان جنایت کار نیستیم ما رسانه معلوماتی که ظلم کردگی این نمیخواد کار که عکس پیدا که نام فامیلیاش ای کجا های چند ساله های چی جنایت کرده است یه بار نشرش میکنیم بعد مردم دیگه که ظلم دیده با میبینن با مینویسن تمام او دیگه عمر داره معلومه که کیه تمام یگان پرابلم نیست اینا میخواد کار که آدرس شده ما در کار نیست فهمو برای اقراتوش میگون برای حقارتش آدرس رو ما چکش میکنیم ما دولت نیستیم که برام یگان کار کنم بنویس آدرس اما معلوماتش رو روان که سلامت باشی برادر جواب سوال جواب پرسش برادران گرامی همه وقت برای ما آدرس در کار نیست هم معلوماتی هم غارتگر دزد ملیسا هر کسی هست نام فامیلیا نسب از کجا هست چی هست چیکار میکنه همین را معلومات بنویس بیو روان که برای ما عکس پیدا که تو اینکه ما نشیش کنه آدم ظلم کردگی هم تری کرو در تاریخی ملت میمونه عکس نامش یگان مشکل نداره بله مسلم 88 بفرمو درود سلام برادر گرامی برادر راه حق باور کنید نمیدونم این روزا چی گفت رفت در تاجیکستان چی گفت شده انا مردم تا حال هم افسانه های رحمان رو گوش کردن این مردم شما فکر کنید 2027 هم بیاید شما سیر نداریم 2028 هم بیاید شما سیر نداریم %100 بله باور کنید چند سال شد افسانه را اسکاس کردن نمیدونم چی اجداد دارن این مردم ما چی را نگاه دارن حیران ما انتظار که خداوند جان رحمان فهمه گیره نمیره یکی من نمیخوام که خداوند جان او را الله هرگز جان رحمان یا الله جان باید عذاب را باید رحمان رو فی عذاب بکشه باید رحمان فی عذاب چطوری که زوم کرد ملت تاجیک تروریستش برو بدنامش کرد باید این روزا رو باید ببینن بله سلامت باشی برادر باور که دیگه یگان چی گفتن نمیتونم سلامت باشی هم گپا میگی خیلی گپه خب بله بیننده عزیز گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید 200-300 لایک یعنی با دیجا لایک میمونن با بعضی از تلخ کفن لایکاش نبون میگیرن میبرن خطی شامتره که میفته باشی که یکی لایک شامون برماد یگان گفته گپا پرابلم میشه و رحمان فهم قفوش ده دوره نگهش دوره یگان گپ میشه این خط تلخ کفی بد نشه والله قسم شما ترسه فقط از الله بدونی بار دیگر میگم بچه‌ای که در درس‌های عقیده اشتراک میکنن میدونن تو باید که الله تا دوست بداری تو باید ترس از الله داشته باشی تو باید امید از الله داشته باشی این سه چیز از یکدیگر جدا نکنی باید
مهمترین نقاطی که انسان میتواند پیش برود، الله شب بالاتر از همه چیز دوست بدارد، یکتا، و امید داشته باشد که من الله منه میتیه، چون که تو امید داری از الله، رجا، امید و خوف. باید بترسی که الله من عبادت من قبول میکنه، الله من، یعنی که همین وضعیت و همین حالتی که هست به کدام شکل است، به کدام حالت است، یعنی که همه همینا رو تو باید همچون یک مسلمان یعنی که ایمان داشته باشه. در غیر این صورت وضعیتی تو نه با اون وضعیتی که تو فکر میکنی که یک انسانی هستی که تو یعنی که انسانی بهترین و انسانی هستی بتونی کاری انجام تی. وهب ابن منبه رضی الله عنه واقعا بهترین گپ برای مردان همین امت میگه. گپ شمیه که من جعل شهوته تحت قدمه فضع الشیطان من ظله. هر شخصی که شهوت شده ته پشت بمونه، شیطان از سایش میترسه. یعنی هر شخصی که قرار بتید شهوت شه، خواهشات نفسانی شده ته پشت، شیطان از سایش میترسه، از خودش اوسبسته. فهمیدی؟ پس شخصی که شهوت در دلش قرار میده بالا، شیطان افتخار میکنه با او. اگر تو خواسته باشی که شیطان از سایه تو بترسه، پس تو باید چیکار کنی؟ شهوت در زیر پات قرار بدی تا اینکه شیطان از سایه تو بترسه. در غیر این حالت یعنی که وضعیتی تو نبمانند یک شخصی مسلمانی که میتوند یعنی که شیطان تو بترسه. کید شیطان ضعیفه، یکی و همون کید شیطان ضعیف بدنش تر وسوسه میکنه. و خدا قسم کارهای در فکر همی مردم ما میدروید و عملهای انجام میتین که همون شیطان از همین فکرها باور کنید بیچاره ایش، همون شیطانی رجیم یعنی که نمیدونه که چیکار کنه. این قدر این مردم یعنی که در حالت ها و عملهای انجام میتین. بله سلام علیکم. سلامت باشه برادر. بله 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 صدات هست، بفرما. شکریه الله. یکم باز گپ زدستم استاد، ممکنه آخرین صحبت من باشد. برای چی آخرین؟ برای چی آخرین باشد؟ من هم مهاجر هستم در آسیا استاد، ممکنه آخرین من باشد. از برای الله هر دو چیزانی هستم. بله بله بفرما. من فکر کردم در باره همین حکومت آغازوری انشاءالله وقتی که شما یعنی که به سری تختی وطن آمدید، میشود که از لحاظ علمی و پولیتیکی یعنی که دولت رو بیوروکراتی یعنی که سازیم انشاءالله. یعنی بیوروکراتی معنیش که وقتی که دولت در دست یک آدمی با عقل میافتد، معنیش همین که انشاءالله این وطن یعنی که از کمبغلی میخیزد. چی داره درباره بیوروکراتی؟ منظور اگر از بیوروکرات یکی یعنی که منظور به کاغذ، منظور به هدف، به قانون و به همینا، دولت قانونمند باید تشکیل کنیم، در این یگان شک نیست. قانون برای همه باید یک باشد. قانون در پیش قانون همه باید جواب بگه، او فرق نداره کی است. هیچ بخشیش در اون وجود ندارد. باید همون دکومنتی که لازم هست یعنی که اون باید کارش انجام بده بدون دادن پاره، بدون مثلا یک آدم تر زد باید در سود شکایت کنی. تو باید دکتر برای دکتر دروغ نگه، قانون شهادت نامه طبی را بتید، حتما اون باید جواب بگه وقتی در پیش همین چیز رسید. یعنی بیوروکرات از نگاهی که منظور قانونمندی باشد، یعنی قانون هر ترک که قانون میکنه به همون شکل باید انجام باشد. از این نگاه بله باید باشه. دولت اروپایی همش بیوروکراتی هم. بله یعنی که بیوروکراتی شریعتی از لحاظ اسلامی اما یعنی که همه در نزد خلق یک هستند. خواه اینه باشد و لیسته و خواه دیخان باشد. یعنی که فکری من همی استاد. بهترین خدا کنه که ما را به او روز برسونه بتونیم یک دولت قانونمند تشکیل کنیم. بله قسم به ذات پاک الله که خیلی شد هستم برای همین صحبت ها. که آخرین باشد از برای الله یعنی که من امیرات هیچی اخیران نیست. انشالله الله عمر درازت میتیه. دیگه مردن فرزندای این ملت بسه، دیگه رسیده است وقتی عذاب و آزار کشیدن فرزندای رحمانوف و دودمان کثیف رحمانوف.
استاد بله بله بله. باور میکنید قسم با بنی الله قسم میخورم شما یک شب در خود من در اومدید با روی لبخند در شب خوبم من خودم در حیرت بودم. انشاءالله که از نزدیک میبینیم. خداوند خوابتا تحقق پیدا کنه و انشاءالله که هر انشاءالله قسم بزرگ با هم بسیار خود در جای دیدم با هم همون فی خبیث هم در خود دیدم که یعنی که در استاد بند خر بند کردگی بود عذاب داده ایستم یعنی که این خوبه که باید دیدم انشاءالله که تحقق پیدا میکنه. خدا خواه رحمان و دقه پی ما میخره. این دعای ما هست که الله رحمان و دقه پی ما بکنه. من در اسکی بودم یعنی که در اسکی بودم من هم از کرونتی هستم لیکن کمتر لحجه با شرحی شد. مشکل نداریم ما هم لحجه های ترکی شیرین است. جان اگر ایشالا اگر زنده باشه یعنی که من هم پلیسی و استراتژی دولتی رو تماشا میکنم میفهمم یعنی بیوروکراسی شهرانی از جهت اسلامی چیزی اصلا بهترین است یعنی که همه در نزد قانون یک هست. وقتی که در دوره پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حضرت محمد یک کس رو یعنی که با چوب شاخ اسیرش میزند بعد آن آدم خاطی میشد خلیف یعنی که از این فکر پشیمان میشد بعد به اون نفر میگوید که منو با این اصلا منو بیزن. بله سلامت باشی شیرنر. الله حفظت کنه. خدا خنه که خداوند آرزوهای ما دیگر گفتنی هستن استاد. بله انا که در حق ما غریبان دعا میکنیم انشاءالله که به نمیت میرسیم. انشاءالله دعا میکنیم. همیشه دعاگوی ما همیشه دعاگوی شما غریبا هستیم. من هم مثل بعضی جوانها هستم یعنی که بسیار جوانانی بزدل و احمق را دیدم از برای الله یعنی کاش چیکار میکنم من نمیترسم یعنی که این فکری من بود از جهت پالیسی و استراتژی. انشاءالله. سلامت باشی برادر. سلامت باشی. بارک الله. برادران گرامی واقعا هم یعنی که ما و شما کارهایی را که میخواهیم انجام دهیم یعنی که وقتش رسید است دیگه نهایت روز کار شما است. بله انصار فرما. انصار میکروفون تا گیران که گپ زد. انصار تجه. خب برادر وقتی که میکروفون تو نگیران نمیکنه. بله عمر خطاب صحبت که عمر خطاب. من نمیدونم صدای من با فکرم که صدای شما را میشنوم اگر گپ زنید ولی صحبت ندارید برادر. عمر خطاب رفانات گرانه صحبت کن یعنی که نمیدونم ممکن نمیشنون بعضی برادرها ولی میگم که درآمدی که میکروفون تا گران کم آوازی من نشنویدی صحبت کن. در پیش یگان کس نیست اگر صدا یگان چیز میشید ما میشنویدیم که در پیش یگان صدا است. خوب پس صحبت نمیکندی برادران خلاص. خوب بله برادران گرامی در یعنی که زنگ زدن چون وقتی بعد اخیر برنامه میشه بعد دیگه 30 کس یک بار میدرویند تو اینکه صحبت کنند بعد وقتی اخیر برنامه هم طولانی نمیشود 1 ساعت کمتر تقریبا وقتی برنامه‌مون هست. اگر یعنی که هر کسی که میخواد صحبت کند مرحمت داخلش صحبت کنه تو اینکه بعد وقتی که نهایت برنامه شید بعد دیگه 30-40 کس میدرویند میخوان صحبت کنند. یعنی وقتی برنامه حالا هست میتونید که سلکه برنامه را گذارید تو اینکه برادرایی که میتونن وارد شده توسط سلکه وارد شوند. برادرایی که توسط واتساپ میخوان زنگ کنید توسط واتساپ زنگ زنید هیچ مشکلی نداره. مهم یعنی که زنگ زدید که داخل شدید توسط برنامه وقتی که گفتیم صحبت کنید نام ماندگیتون صحبت کنید. بعضی یگان ناموی می نویسه که من نامتون پر نمیخوام پس فهمه که من نامتا پر نمیخونم ولی مهم تو صحبت کن. بعضی برادران ناموی عجیب غریب می نویسن هیچ شونگوی همه چیز می نویسن اما خاطر داخل شده صحبت کنید. خب بیننده گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. 330 نفر یعنی که لایک های خودش گذاشته است و 692 نفر در نظرسنجی اشتراک است که یعنی که میخواید انتظار باشه تا رحمان سال 2027 برق دید. نه 1 ثانیه بودنش نمیخواهم دیگه ناشکری برقش ما خودشم دروغ میگه پدر نعلت
یگان گپش راست نیست. 93% اهالی و بیننده تاجیک چیکار کرده است؟ یعنی که آواز داده است در یعنی 1 ثانیه بدنش نمیخوام. 7% دیگر بله راه دیگری نیست، یعنی جز بدن رحمانوف 7%، یعنی که از نبودن راه میخوان که دیگر رحمانوف باشد، چون دیگر هیچ راه دیگری جز از بدن این کثیف و پلید و مادر به خطا رفته دیگر راه دیگری ندارن. و همون خاطر یعنی که در نظرسنجی این 700 نفر رسید نظرسنجیاتون بمونید، آوازاتون بتید، نظرسنجی که میشود حتما این نظرسنجی ها با مؤسسه های حقوقی ارسال میشوند و اینها یک صدای هستند که یگان دروغ نیست. در اینجا یگان یعنی حیله کردن نمیشود. همه اون چیزی که نظرسنجی هست، این نظرسنجی ها چی هستند؟ یعنی که نظر ملت مردم نشون میده. در گذاشتن لایک ها همچنین 334 نفر در گذاشتن لایک های خود لایکاشون گذاشتن و دیگر همین. خب برادرانی که تازه وارد شدید، امکانی همراهی و همکاری کردن با اصلاح داشته باشید، همیشه در تماس باشید، هر چیزی که میتونید انجام داده انجام بدید. با چی با معلومات رسوندن، چی با کمک کردن، چی با هر راهی که هستید. بعضی برادران می‌نویسن که ما یعنی که با کشیلاک داریم، با راهی کشیلاکش هم برای شما هیچ مشکلی نداریم، میتونید که کمک‌های خودتون توسط کشیلاک انجام دهید. انشاءالله که برادرای هستن که در این مسئله متصدی هستند و اون کمک شما حتما میرسد. برادرانی که در هنگ کنگ بودید چند ماه پیش کرده بودن، رسیده بود، هیچ مشکلی نبود. برادرانی که در هر منطقه هستید یعنی که شما تنها تماس بگیرید و انشاءالله تماس شما امکانی هست که کاری که میخواید برای وطنت، برای مبارزه انجام دهید، انشاءالله که انجام میدید. پس تنها یعنی که کار انجام دادن در کار، نه به این شکلی که ما باید به همین وضعیت و حالتی که هستیم باقی بمونیم و بشینیم. خب دیگر فعلا یگان نفر نیست وارد برنامه نشده است. پس این یعنی که ما برنامه مونه طبق بخش دومی برنامه ما چی است؟ از صحبت مردم یعنی که مربوط است. صحبت مردم، هر نفری که میتوند میدارد صحبت میکند، ما صحبت اونا گوش میکنیم. خوب توسط تلگرام بعضی برادرها تو حوزی را با میترسن، میگن توسط تلگرام مشکل نداره، توسط تلگرام زنگ بزنید، یگان مشکل نداره. تلگرام اصلاح معلوم است. اگر که او میترسید توسط تلگرام زنگ بزنید، مشکل ندارید. همین رقم واتساپ است و رقم تلگرام است، میتوانید توسط تلگرام زنگ بزنید. خب چندین برادرایی که در دولت‌های اروپایی قرار دارید و میخواهید که وارد اصلاحات خواهان شوید، پس ما نماینده در کشورهای گوناگون اروپایی داریم. حتما خدا خواه با ما تماس بگیرید تا اینکه ما همون یعنی که برادرانی که در هر منطقه های از کشور از اروپا هستند یعنی که تماستان میکنیم. امیدوارم که انشاءالله برادرانی که میخواهند واردی حرکت شوند یگان مشکلی برای اونها وجود ندارد، ولی ما بدونه که کاملترین شکلی یعنی سنجش از شما گذشته می شود و پس از اون یعنی که شما می توانید که وارد حرکت باشید. همین است. خب واقعا مشکل است. برادران توسط واتساپ زنگ میزنن ولی روسیه چون به وی پی ان نمیتونن صحبت کرده، مشکل در همین است. یک کلوبی بله. السلام علیکم سوزی که محمد اقبال خوبی؟ تنجی نکن؟ سلامت باشی برادر. بله سلام خیلی با کلی همین مبارزه میرسونم همه کدامید برادرای اکه مقصد ترسه یا نه که بای تاری گفتی همون گپا غیر همون خدا و همون چیزی که شاهدید میتا در روز قیامت برای حکومت ظالمه، اون چیزی که شاهدی میتا که در حقیقتا همین آخری همجا غیرت مردکی کرد، همین چیزی کرد نه تاری کم ترک تاری یک ناموسی مردکی تا بجنبون شما تا هوی که امرای ما ورید
ای وطنت به وطن ای خونت به خونه در بدر نمتری سرسون سرگردون گشتستین می ترسیم بانو میخیدو می فورتون تنجی ارومی عبودی سویت فرایمون سخانی اوزود همه همی می فورتون نکنم خیلی بدبختی میکنین خیتون در سر اختون ظلم میورین یا لایک چیه؟ لایک یا یک کامنتاری نوشتن نترا میگیره امو لایک کومی لایک کنه بونه نمیگیره تجاوزت میکنه نمیگیری تجاوزش میکنی بنامی لایک یا کسی دیگه ایشور میشوم میبینه کم طرف وجدانی مردکی تون از زنده کنین نه اینکه اکلی تاری اوسن شد وجدانی مردکی تون بعد او برنامه اینه او هفته گذشتگی اینه ای برنامه نه او برنامه گذشتگی برای گفتم آمازون خطی کارتا چی میکنی کو میگذرونی اکا او آمازون ابده بچم او برنامه دا گوش کرد میگه نه ای آمازون است پلای مارکت کارتای 5 یورو 10 یورو پلای مارکت او خطی گفت میشه او آمازون است بعد گفتم اکا بگم که مقصد پوز نه باشه دوجه بعد برنامه بود یا چی نکن برای همون مقصد ترکیه کن مشکل نداره خودشون بفهمن هر کسی که به هر شکلی که میتونن کارشون انجام میتین انشاءالله. بله این شکل می شود یعنی که توسط همین چتی که کمک میکنن به اصلاح ولی بهترین شکلش همین شکل همین پیپل است و پیپل یکون مشکل ندارد میتونن هر کس یعنی که همین شوکی حساب کی داشته باشد یا پیپل گوی میکنه او پیپل بپلاید هم تلفن رو میدروی با شوتت پریوازنش میکنی میگذارونیش ای شوتت در پیپل ای پیپل روان میکنی ای پیپل لبوی چیز میتونی خریده آسان‌تر و خیلی فرقیت ها داره مثلا بسیار چیزایی هستن که میخریم حتی تا 20% تا 30% ارزان میکنه با پیپل برای چی؟ برای اینکه پیپل حسابات نداره به همون خاطر ارزان میکنه انا با چیه اکا جون او گپ تقریبا مقصد که ننای جمعو چخیلی پانوانده سیاسی اکا جون برای نخیلی کارتا و پاتا نخیلی خط مقصد دی باید یکون پرابلم نمیشه با پناهنده سیاسی تو این کار کردن نمیتونی در اوجه بچه های پیپل دار هستند همون اروپا میتونی که همون را در دستش میتیپلا اکا پیپل داری و این پلا ما بگید همین بگذارونش میگذارونش یکون مشکل نداره او برای او با آسان‌تره میگیره در کارتاش میگذارونه در پیپلش میگذارونه میانه که تو نمیتونی کار کرده کارت پناهنده بله ولی خیلی چیز کم اکا جون انشالله و یکم دیمو را انشالله چی میکنیم میگیریم الو بقبول نکنم یکم 5 اسمت انشالله بخاطر یکم یاردم میکنیم انشالله به برادرو نترسیم با خدا او نترسین بزنین مقصد کدومی چی یاردم میکنه یاردمش یاردم نه که میفورمون عبودی میفورمون وطنمون میفورمون همه چیزمون در امو وطنمون باشیم هممون هم میفورم نه که برای امو وطن کم ترک رنگ استو بای پیغمبر رنگ پیغمبرایی که گذاشتن در روی دینشون استوار بودن نه اینکه رنگ حاجی میرزا واری اول دعوت به سطر کنی بعد دعوت به پشاکای ملی هم پشاک ملی مرد باش در خدمت مرد باش انشالله که هم پشاک ملی خدا خواهد مادرها و بیبیای ما همش سطر بود لباسای کشال داشتیم خیلی دا پروز شکا جون با خدا بعد نتانو میالو بمبرم اوکی نه پشاک ملی تخمینا جون میپشه اوزودا جون میپشه پشاکای اروپیسکی و ملی نو میپشن ولی نو پدنالا گرومه در نو تریبون میگه که سطر کدگی نخنوش لکگی اوکی کدام زنی مسلمانی حقیقی غیر نمی دختری ولدی زینوی تو لق قطی میکنم سطر نداره با پدنالا این همیش کستن همه یک اولاد گوما سکسوالیست مردم هم ملت پولی گرفتن هم تاری یک فویشه خونه و دیسکمان و پیسکمان و این هم خیلی نمیدونم بخدا پرست همی تماشابینوی من همیشه نگاه میکنم لایکو را نمیبونند نفتالی چی نمیکنن کو بخدا ایده یک قد کنند همینجا همی پشتی کامیرا خوبه قد نه که یکون گفت دیگه نزن نه چی نگم پرست قد کنند توکل هم قدش بخدا
یگان در خصلت مردکی توغری نمیگیره به نام خدا نه مردکی کدام میتونی نه مرغی این همیرنگی مرغی کرک شده در نمیش همه سینما چیزا تماشا میکنیم نه که میترسی که خود بگوی میانه روی تخمت میگیره میبراند اما چه روی تخمت برداند نوجه میبراند مردی چیزی شیدی نشیدی خداوند همی فرزند هم می افره رزق خودش میته تو در زندانی خداوند فرزندای تو را سیر پر میکنه همه طرفا میکنه نکی یک کفارت گناه در نوجه بود با غیرت میبری میره بدبختی به غیرت بلایگمون با خدا خیلی نتاری میستی یا نمی نیرمیت تو میخره خیلی گپی نه ایشالله باقی در همون یالله اکا ولی چی کدام یکم ده انشالله بعد نمره واتساپت قطعی یا تلگرام دا پیشت سکاگی مکا ما اکا دانوم یالله برم دانوم مسکوا بدانم اکا جون کو ما راستی گپ 2000 میدونی چند بود 20 بود یا 19 یا 20 بود اکا جون بعد یامی بونتی اینمی ششم یامی وعدت بعد یامی بونت ما برم ابدم روغون دا کار میکنم اکا نخلی تلفن بازی و قد صرفم نمیرم اکا دامو روغون کار میکنم فیرمای ایتالیان سودا اوز مومسته اکا بله اوزات هست فیرما ایتالیان سودا کار میکنم اکا خیلی اینترنت تاریخ زور نمیفهمیم همونجا مقصد میرفتیم همونجا کار میکنم بعد وای فای یا موقتی کار میکنم یه روز نبتری سلوچین نمی صورت اختن نمی ویدیو تامه بینم اکا نامونجا گوش میکنم در بورات نام مدلو بینی ادم سویا داریم ایکلو نام مدلو بینی بخیرون اکلو گامگا اول اون را گوش میکنم نامیا گامگا ایتال میکنم گفتم بچه کیه خیلی برای مقصد ارگا گفته سه کیه اکما کام کی خودت پوتات کاگی دایرا کیو نصیحت کیسته بعد یک میشه برنامه اختا تم بزنم با دارم چی میگم که خیلی بزنینم میزنن همین محمد اقبال میزنن میبرویا با خدا برنامه تاکا گوش میکنم با او بانگی گپوش توغری نمیگیره اوخی چخیلی که خود تحقیقات گپ میزنی اون اولی سه چور سماتریاش توجیکستانی دیگر هم برو وردن همونجا مجبور کردن ببرو دنهای پیش فانتان تدایجا گبزه تدا پیش هرچه قلعه کلو اوخی بلا بگویتون همو سوکو خانچقو همه چیز تونا گرفتن سلامتی تو نگرفتن بدبختو مرختون کده پردفتن بلد میخیزن با پشتین همی اولادی نوسیرم هم میگیرین اقلا بلد بیاره بتد یکون چیز که ما محمدلوی بینیه نیره بگی قایتر نو عبیدلوی بود محمد سعید عبیدلوی گرفت رئیسی کرپیزاور بوندم محمدلوی بینیره من گرفت اکانسوف که محمد سعید ایستی کرد او را پانی دی نکوی کنوز یا دستش نمتره رنگ فایزی چول باری چلوک فور میگرده دارین هم کلوب دا نه ترسینی مردم بخدو کم تره غیرتی مردکی کنین اکد بله چاسپیدست هم اکا جون خیلی بقی در همون یالو انشالله گوشت کسیم اکا جون لیکن نه ترسین کم تره یا که وجدان تو نه کم تره بجنبونین یا که همین غیرتی مردکی تو نه کم تره خیلی بگو بچه مارا الحمدلله الو مارا مردک و فاریده بیا کم تره که مردک شم بله بقی در همون یالو اکا جون انشالله همجا دایم بو سلامت باشی بارک الله خب عمر خطاب یا 6 برشید میبروی برادر نمیدونم صدا میکروفون گیرونه گپ زن عمر خطاب سلام درود برادر علیکم السلام بله اوزت پسته بله اوزت نمیشود تماما اوزت نمیشنویم خوب خوب
خوب واتساپ برادرایی که در روسیه هستن واقعا نمیتونه صحبت کرده. بله میفهمیم. ولی خوب. بله سلام علیکم. الو. بله بله. سلام درود. بله. من در منبر قرار دارم. بله بله در منبر قرار داره. بفرما گپ زد. برادر عزیز امیدوارم خوب هستی. من همون شخصی که این ظالمو وای کردن، همون شما محمدی که این لعنتی و من فروختن. من اینترنت سلابیه در جو قرار دارم. اما اندره که هست میشه که من یک جوی سیریز سوست وای کنم برده دوم رفتن برویم. برادر گرامی هیچ کس نمیبروید یگون جو یگون گپ نیست. خواهش میکنیم این قضیه نیستن که کی را فروخته است. رحمانوف وظیفه شه باید که اوی کارو را بکنه. بزغاله زیاد دوره. بزغاله زیاد دوره. من رحمانوف من گوش کن. الله ترا لعنت کنه. جواب میگی و این فروعی که کردستی الله ترا خور رفو کنه. انشالله شکست کنه. سکای بعد با اون شخصانی که من همون اندری بانم شهرت مشهور نام شکرلویه فراموش نکن که زمانش بیا جواب میگی. امام علی قاتل مادر به خطا رفته تیم ظلم تیم بالای سری شاه پالنگ یک انتشلوق این بود. خداوند رحمتش کنه. مایدار این شاه پالنگ گفته میگشت الله رحمت مغفرتش کنه. من پالنگ هستم که من اصلا در زیدی تو برآمدم. اصلا تسلیم نخواهم شد. اینا فراموش نکن. فهمیدی امام؟ تا آن زمانی که جان در خون در بدنم حرکت میکنه من زیدی تو جنگ میکنم. انشالله تو شکست میخوری. تو قاتل دست اون آلودی تو بالای سری منم آمد. اینا فراموش نکن که انشالله من الله پاک دارم. الله منم محافظت خواهد کرد. اینا اصلا فراموش نکن. آن کسانی که من میدونین اینا دانسته گیرین که تمام اون کسانی که من میدونین قضیه من عبور شده. اینا همون گریگری که میگفتین همون من هستم. اینا فراموش نکنین که اگر سکوت کنین سکوت شما هم خیلی یکایک و مثل من نابود شدن شما هست. اینا فراموش نکنین. انشالله این رژیم لعنتی شکست میخوره. قطعا ما شما جواب میکنین. کسانی که کارکنای دولتی طرفداری از این قاتل اهریمن میکنین همتون جواب خواهیم گفت. من شعر ایجاد کردگی من وزیدی این حاضر من یک دوست سنوی گنبت شیرو من میگون پدر و مادر، پدر عزیز، پدر بزرگوار اصلا برای من یگون اولادم ذکر نشود. پدر بزرگوار در یگون خدمت برای تو نکردم مرا ببخش. مادر من، مادر درمند من یگون خدمت برای تو نکردم در حقم دعا باش. صبر مرا رسونیم و مادر درمند من گویم که همان فرزندی مردی که در روی پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هست دعا در حقش دعا باش. انشالله خوی امام علی قاتل شکست خوی خود با آن کسانی که مرا گوش داریم، با آن کسانی که این وقت بالای اولاد من دشمن هستیم، دشمنی می‌ورزیدین و این روز در پشت اولاد من سنگ زدن می‌خواهید. من ضد امام علی هستم. این فراموش نکنین. من اصلا تسلیم نخواهم شد. من ضد امام علی هستم و من اون زمانی میدیو اگر کسی که سنگ میزنه از پشت یک اولاد من همه تنجی زندان میشه. این فراموش نکنین. و اون کسانی که و تمام مردم تاجیکستان من چی گفتنی هستم. من در این رو برآمدم برای
آزاد شدن شما هموطنان عزیزم، من میخوام که شما آزاد باشین، زندگی خوب داشته باشین. من در راه پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هستم و من الله است و رسول خدا است. انشالله من امید از الله پاک دارم و دعاگوی من باشین هموطنان عزیز. و اگر از دست این قاتل رژیم امام علی دیکتاتور، از دست این امام علی دیکتاتور، اگر البته که پروردگار تقدیر ساز است، از دست این امام علی دیکتاتور اگر من از جانب الله کشته شوم، پس این هم به پروردگار بزرگ است، همش شکرانه میکنم. لیکن امام علی فراموش نکن که این روح من انشاءالله اگر شکست من، اگر نابودی من از دست باشد، این روح من آمده جان تیه گرفته میره انشاءالله. سلامت باشی برادر نگری، الله حفظت کنه و خدا موفق باشی. برادر من گپ زنم. برادر گرامی، یعنی که همین کوشش کنه گوش کنیده، همین آدمی رحمان و فیکر میکرده که بسیار گپ نمیزنه. من چهره قطعیم وقتی گپ میزنم значит معنی تو چهره قطعی گپ نزن، لازم نیست. یگان برادر من تو این روزه گفتم چهره قطعی، اگر بدونی که یگان پرابلم میشه واپشه گپ نزن. کار کردن در کاره، گپ زدن قطعی نمیشه دیگه. بله برادر من پروردگار دارم، من گپم همین گپ زنم، ملت ده کسانی میشه من نمیدونن گپ زنم، تمام دیگه. من بسیار خلاص همین که من ملسا را میقپم، من آدمایی را من کردن او را دولت میکنه، تو یگون کار نمیکنی، من یگون کار نمیکنم. دولت آینده قرار میبره، ما یگون کاری نزکان نکردنی نیستیم. ترا اوتا تکشت است کسی، ترا اوچا تکشت است، من کشت است، من نزکان نکردن نمیتونم یگون کار. ما میریم انما آدم میقپن، دکزد میکنن، جزا میتیه دولت قانون. نه تو نه، من نه. برام که گپای غلط میگه مشکی همینو دوش وقتی تو آینده گپ زده ایسای حاضره را گپ زده تو اینکه مردم بشنون. مقصدم هر گپی که برای آینده میزنی غلط میکنی، هر گپی که برای آینده میزنی غلط میکنی. من میرم قپم تر میکنم، من میرم میشکنم، تو هیچ کنستی، من هیچ کنستم. دولت قانون باید کارا بکنه، نه من نه تو. هیچ کسی کارا را حق نداره. یا بار گوش که وقتی گپ میزنم گوش که برادر، وقتی که گپ میزنم هدف از گپ همی است که همه وقت کوشش کنی از دایره قانون بیرون نبری. هر گپی که میزنه اون آینده فشار زورآوری است، اینها لازم نیستن برای ما را. و همون خاطر سلام علیکم، من برادر ریگری رحمان افتامی ظلمای کرده است، ان شاء الله پتکی بنین بکشه میگیریم. 10 دقیقه گپ میزنم، گپی معین، من آینده میرم، آدم من فروخته است، او را من میقپم. این گپا معنی ندارن، یعنی دیگه برای ما کدنه فروخت من ترا کسی را تمام، او حتما جزاش میبینه. یعنی گپ زدن در کاره که با معنا و ماهیت و مفهوم باشه که یعنی که بتونه تاثیر کرده. بله گپ زد، گوش میکنین. 2 دقیقه مهلت گپ زد، یعنی که تهدید نکن، فقط گپ زد. مایلش اکو آدم کارش میکنه، بخیر کار میکنه، ضرر دمو میرسه، ضرر دمو میرسه. اما قهری تو ضرر دمو میرسه، قهر نکن دیگه. روز گپ. بله اکما نمیگم که من اکو کار میکنه، میگم چای در همین وقت مصیبت کسی هست انسانوی که مثل خیلی وی میکنن کاری آدم میبیاد برای عوض فهمانده استم که من خیلی سلیم عمر نیستم. من چی گفتن یه مومنی در رژیم نیسته، انشالله شکست شما نزدیک های، انشالله پیروزی در دست ملت میشه. من برای یک هموطنم که چی از کدوم قوم چی از کدوم ملت هستد، من همه شما رو دوست دارم. من جانی من فدای هر یک شما هموطنان عزیزم. من به خاطری دیدم که حقیقت به خاطری همین شما هموطنان برآمدم در همین روی حق تا که شما آزاد باشید. من جانی من فدای هر یک شما هموطنان عزیزم. فهمیدین؟ اینا فراموش نکنید. من میخوام هر یکی همه شما آزاد باشین، کدام چی ازبک باشین، چی لطفه، کدام ملت باشین. من میخوام آزاد باشین، در پیش پدر و مادر خودتون باشین، زندگی خوب داشته باشین. من این چیزا میخوام هموطنان عزیز.
بعد من حکومتی دا من کردم حکومت دولت دا. اگر از برای من طبق قانون جمهوری تاجیکستان هر یک شهروندی که در سن 18 میدویا هر یک شهروند خودش جوابگو است در همون طبق قانون مایره میگوشد جوابگو خودی همون شخص میشود، نه برادرش، نه آمدش، نه دیگرش. برای همین خوب درک کنین اگر که ظلم بالای اولادی من میکنین، نه فراموش نکنین که حکومت آینده بعد سازوی عملتون کشیده میشه حتما. چه مردم برادر، چه مردم وقتی زیاد نداریم برادر گرامی، خیلی گپ زو، خیلی بگو، بخون شعرتا بخون. برای همون خاطر یعنی که وقتی زیاد همه گیریم، هدف ما فقط روحیت دادن. انا من گرینی ما محمد اقبال ما میرا میدروم تر، یعنی این چیزا هیچ وقت منفعت نمیارن برای یگان وقت، برای یگان کس. آدم میکرده که میره میکنه، میگه تکایش، میگه خدا میدونه خودش. یعنی مرد باید نمیته باشه، بکنه کارا بکنه دیگه. وپشه قهری من قهری تو فایده نداره برادر. امیره همه وقت گفتم چی در غیر صحبت عادی، چی در برنامه میدره، همه وقت کوشش میکنه که زوب نکشد کنه تو اینکه نشون بده که ما گرینیه. ما هیچ نیستیم. ما وقتی که دولت گرفتیم، قانون در پیش قانون موندیم و قانون اطاعت کردیم، اون وقت باید موضوعیم. ما باید میتونیم گفته که مردم دیده ما همین دولت در پیش قانون موندیم، در پیش قانون همه برابره، اون وقت موضوعیم. همش طبق قانون میشود. انا باید باشیم هر یک کدوم. همش طبق قانون میشود. تو کار میکنه. های من ایجادیات مردم برای هموطنان. بله بگوش بفرمایید. برای دشمنان. روزی که بمیرم مرا اوزم است. اوزت هست برادر، وقت از یاد گرفته ایسته. بفرمایید اوزت هست، شعر بخون برادر، شعر بخون. روزی که بمیرم مرا یاد نکن، تابوت مرا گرفته فریاد مکن. فکر کرده بودم که همه یاری منم، در وقت بدی طرفداری منم. روزی بشود تو امام علی قاتل سال شوی، در قهری الله بزرگ گرفتار شوی. ای دشمنی من تو دشمنی من، به مردنم شاد مشو. تابوتی مرا دیده و خوشحال مشو. روزی بشود تو هم خوار شوی، در قهر الله بزرگ گرفتار شوی. سلامت باشی برادر گرامی. خواهش میکنیم همین برادر گرامی، هدف برنامه بله درسته، یعنی ما میخوایم که درد هر یک برادر برای ما مهم است. من قهر میکنم، قهری من یعنی که میتونه ضرر به مبارزه باشه، پس من قهر باید نکنم. مثلا گپی یک مبارز میتونه ضرر به مبارزه باشه، پس باید همون گپ نگه. یعنی که هدف ما سلام برادرها، اینمی گپ شده است. اینمی مثلا من خدمت زم برادر رگری سلام علیکم برادر گرامی. بعضی برادرایی که من افروختن ان شاء الله که الله سبحانه و تعالی جزای بدشون بتیه و خداوند اون افرادی که به این عمل کردن یعنی که نتیجهش ان شاء الله در همین دنیا قبل از آخرت میبیند. خدا کند که ما با قدرت برسیم و این رژیم یعنی که پلید منحوس از قدرت بروه و حکومت جدید ان شاء الله با افرادی که ظلم بالای مردم کردن با این یعنی که قدرتی که دورند با این پریویلیگی که رحمان برای اونها داده است حتما یعنی که به سزای اعمالشون میرسن. اینم یه مینوت من گپ گفتم پیام دادم برای مردم، نه شعر میخونم نه یگان گپ میگم که یعنی که وقت زیاد میگیرم. بعد چرا؟ چون که یعنی که هر یک گپ جوابگری داره. انسان تا وقت مرد سخن نگه اسیر سخنش نیست، وقتی مرد سخن میگه اسیر سخنش میشه. و همون خاطر همه وقت در گفتن همون باید دقت بتیم، یعنی احساساتی نشیم، یعنی که گپ نزنیم که اون به ضرر ما و شما یعنی که تمام شود. سلام علیکم برادر عبدالله، خوش آمدید. و علیکم سلام ورحمت الله و برکاته. بله بعضی نفرها البته برادر با احتمال قهر نکنه، برای که بعضی مشکلات هایی که میشوند نو روبرو میشوند
از برای همین احساساتی میشم. من و تو که عادت کردیم بیایم میروند میگه ها اومدن رفتن خوب کردن دیگه وظیفه‌شون است. خب بعضی مسئله هست که برادران میدارن میشه تهدید میکنن، البته که نادرست است. اون نفرهایی که ما به همین راه برو اومدیم، البته که ما میدونیم که یک کس ما را خبر میکشد، یک کس بالای ما تهمت میکند یا کشته میشیم، هر چیزی که هست به این چیز راضی شدیم بر اومدیم. و مسئله دیگری که یک کس رفت از خبر کشیده است او را تهدید کردن، من تو را میکشم یک کار میکنم. البته که وقتی که خیلی که محمد اقبال گفت دولت که شد یک عدالت که شد قاضی میشود، البته آموخته میبرد و ممکن که مجبور کردن، از مجبوری و همین چیز گفت، نه که رفته از همین خوشبختی تو را فروخته باشد. یگان کس گویم که همین گویم که بوز یا که خبرکش شدن نمیخواهد. طبیعت انسان اینگونه نیست که باید که خودش رو به یک چخوری پرتوید. وقتی که لیکن مجبور می شود به همین کارها دست میزند. از برای همین وقتی که دولت شد این مسئله ها را دیده میبریم، مثال ممکن که این نفرها گناهکار نیستن. واقعا راست میگه برادر عبدالله، نه که گپش گرنی معنی زور دورای، اما آدم میره که گوش بزای اون میگه که اکای رگری زن ما قطعی خواهرم قبل نگفتن تجاوز میکنیم اگر تعمیر نفروشی. من شکم میگم خودت میسی میگوی خیلی فروختیم خوب که با تو خودت میگوی که خوب فروختیم خوب که. بله همین گونه است. یعنی من بگم تری میگم خیلی فروختیم تمام توکلش به خدا دیگه کارش دگی شد. با ما خودت هیچ وقت تهدید نکنه، همه را مانه تو اینکه حتی یاتی الله به امره، تو اینکه الله سبحانه و تعالی خودش به امرش بیاد ما بتونیم. بله از برای همین اینقدر رو افتاده نشه، تهدیدها فایده نداره. چخیلی که محمد اقبال گفت ما هیچ چیزی نداریم، هیچ کسی نیستیم، یک انسان‌های عادی. می برای مشکلات جامعه را گپ میزنیم و در قدرت بودن رحمانوف و رستم مثال وضع رو بهتر میکند. من میگم که نه اینکه رحمانوف و رستم، اگر که این مردم، این علما و همون زیایی‌هایی که امروز هستند در همین حالت باشند، باور کن رستم نه دیگر نفر هم بیاید باز همین پتخلمی لگن برداری باشد، وضع بدتر می شود که خوبتر نمی شود. وضع خوبتر شدنش یا بدتر شدنش فقط از مردم وابستگی دارد. اگر که مردم در حقیقت همون مسئولیتی که گرفتن اگر که اجرا کنند این حالت دیگر می شود. خیلی که یک نفری که در صحبت ها با برادران ازبکستان بودیم یک وقتا گفتن یک نفر انسان خیلی دعوتگری گویم که مردم تاریخش واقعش نقل کردن، وقتی که صحبت میکنن چگونه شد که در وقت شوروی شما اینگونه علم رو آموختید. بعد همون نفر گفت است که یک قاری مشهور و عالمی مشهور بعد گفت است که سبب عالم شدن من پدرم بود. پدر من دهقان بود، در کارخانه کار میکرد از صبح تا بگاه. یک روز که شد که در خانه ما همین در وقتای شوروی بود ختم قرآن میگفتن، مولا را دعوت میکردن، مولا می اومد و چیکار میکرد یک قرآن دو آیت میخواند و بعدین پول و همون نان و قند و چیزها را میگرفت با خودش میبرد. بعد که همین گونه در خانهشان ختم قرآن کردن، بعد مولا یک 3 روزه یا 4 روزه مزد مهنت همون دهقان گرفت است، با نان و قند رفت است. بعدین به پسرش او دهقان نگاه کرده است، پدر همین قاری گفت است که پسرم دیدی، گفت است اگر که خواهی که رنگی من نباشی رو دین اسلام آموز، رنگ یعنی این مولا میشی. همین کار نکرده میبیایی در پیش دسترخوان ناز و نعمت میخوری، دیگر میری چیکار میکنی؟ زندگیت خوب است. امروز ها اکثریت ملاهای ما همین گونه هستند. محمد اقبال دین اسلام برای رفته بالای دسترخوان ناز و نعمت مردم خوردن، بالای جنازه رفته از همون جنازه پول خوردن، برای همین علم آموختن، نه اینکه برای حق گفتن. اگر که تا این دامله ها، تا همین ملاهایی که در حقیقت اسلام آموختن، حقیقت آموختن و حق گفتن مقابل هر نفر فرقی نمی کند، مقابل من یا تو یا مقابل حاکمی ظالم. نه اینکه وقتی که یک ضعیف انسان میبیند بالای او حق میگوید، وقتی که اون حاکمی که بالای مردم ظلم میکند، مردم تجاوز میکند، مالش از آن خود میکند، در اون وقت ساکت هستند. اینها علم برای همین آموخته بودند، برای دنیا. اگر که برای آخرت می بودن چیکار میکردن؟ میبر اومدن حق اظهار میکردن. از برای همین وقتی که اگر که ملاهای ما در آینده هم همین گونه راه انتخاب کنن، در مسئله سیاست حرفی نزنن، گویند که خیش داریم، تبار داریم، فرزند داریم و پدر داریم، مادر داریم. زیایایی که هستن امروز که
خپ میکنن. وقتی که مرگ یک نفر یا که مرگ دو نفر، مرگ صدها نفر خپن. روزنامه نگارا ده ها چیکار کردن؟ زندان شدن. میرود یک دیوانه دیگر با پوتین وا میخورد، چیکار میکند؟ بیاید که هیکل خیام چیکار کنید؟ در اینجا بنیاد کنید و تالار خیام بنیاد کنید و در او 2 روزی که پیش از این چی بود؟ یک طفل تاجیک کشته شد. در این مسئله میگفت، در مسئله ملتگرایی میگفت، در مسئله هزارها جوانهای تاجیک که به اوکراین برده شد کشته شد، در این مسئله گپ میزد. میفهمید؟ این نفرها که خودی همون وظیفه را انتخاب کردن، وظیفه مقصد انتخاب وظیفه نادرست بود و جامعه که هست چی از امروز به همین حالت گرفتار است. از برای همین از امروز وضع من میگم که بدتر شدنش ممکن نیست، غیر امکان است. میفهمید؟ برای اون که 99% تاجیکستان مسلمان میگوییم، من این تصور کردن نمیتونم که از این هم بدتر باید شود، که این مردم باید چگونه شود که این وضع از این هم بدتر شود. میفهمید؟ میبرد آشکارا رئیس جمهور میگه که مسجدها بس است، فلانی بس است، این بس است، از قشلاق ها به شهر نبیایید، با لباس تازه بیایید و این بیایید آن بیایید. لیکن خودش میگوید که آشکارا چندان نوارها است که میگوید که از چی تا حتی یک عبدالملک عبدالله جان و بغدادی جان یک صحبت مانده بود که همونجا میگوید که به تاشکند با همون موزه لطگی رفته بود خودش. امروز مردم هم میگوید که به دوشنبه با این لباس نبیایید، با آن لباس بیایید. مادر کلانای ما مثالی گپ، چه که تو گفتی زنهای خپلان کرتاهای وسیع داشتن، روی مال یا که همون داکه در سرشان بود، می آمدن همون همون گویم که کارتاشکا و سبزیشان می آوردن در دوشنبه می فروختن، می رفتن، یک مشکلات نبود. امروز این قدر محدودی برای جوانها مسجد رفتن ممکن نیست، برای مثال زنها حجاب پوشیدن ممکن نیست، لباس معین، ما ملی، ما آریا هستیم، ما فلان هستیم، دیگر هستیم. در مسئله مرده ای که امروز مرده ایستاده است جوانها، در این مسئله خاموشی. وقتی که صدها جوانهای تاجیک میبرن میگن که فلانی مرد، این ناعدالتی، دیگر میبینیم که دیگر صدها بلاگرها در تگ دری همون زن میبینه که از نام رستم امام علی چه خانه توفه میکنن. برای چی همون نفرهایی که همین پدرش چی بود در وزارت دفاع خدمت میکرده است بعد مرده بوده است. نگاه کن که در طول 10 سال آخر نگاه کردن بین افغانستان و تاجیکستان 10 ها همین گونه عملیات ها شده است، زد و خورد ها شده است، 10 ها نفر کشته شدن از همین قسم حربی تاجیکستان. لیکن در مسئله 80 چند کیلومتر 40 کیلومتر ترکمنستان سرحد دارد، قریب 200 کیلومتر ازبکستان چی دارد. من معلومات گفتم که حد یگان بار زد و خورد شد، معلومات پیدا کردن نتونستم. واقعا دقیق همین مسئله را، یک مسئله دیگر را در همین گپ خودت به یادم زد. همین دقت کنی اگر پیش همین آدمایی که در سرحد کشته میشدن چیکارشون میکردن؟ یک سوال بود، همین میبردن تای خاکشون میکردن، یگان خیلی اعلان میکردن. برای چی رحمانوف اونو پالکونیک قطعی پالکونیک در پرویز تیوی هم هست بردن گورشون کردن و تیر پراندن همینه. یعنی که به خاطر چی کرد؟ به خاطر که اوجه فهمیده است از رحمانوف که نیزبج نه از این چیزا بست که یعنی که گویا که افتخاری برای گورشون کنیم اینو را فهمیده است. پیش اول گویا که مردم چی نشوه، یعنی که می بردن همین تا خاکش میکن، اما گنرال بود و پالکونیک بود، مایور بود، پالکونیک بود، کسی بود میبردن تا خاکش میکن، هیچ کس نمیگفتن. اهاز چیکار کرده هستن؟ اوجه با افتخاری میبرن و پرچم میبردارن و پرچم پایین میکنن و پرچم ده جای مریم میزنن. برای چی؟ برای که مردم بگن که انا اینو مردونا در برای وطن مردن. یکی باور که اینو همش از وحشت رحمانوف است، چون که وضعیت به همین شکل آورد رحمانوف و این زد خوردای کشیده است. همش اینو معلوم هستن که یعنی که دیگه رحمانوف وقتش تمام شده. اگر لوگوی کار کنه دیگه نمیتونه ادامه داده. بله، باز یک چیزی که هست که نگاه کن عجیبش همین است که مردم ازبکستان قسما ترکتبار هستند، ترکمنستان ترکتبار هستند، از همین ایران و تاجیکستان و افغانستان و پاکستان و هندوستان و تا بنگلادش کلش اگر که ریشه اگر گیری از همین آریان نجات هستند. فهمیدی؟ از همین آریان نجات هستند، همون گویم که ریشه هاشان یک هستند. لیکن میبینی که صدها ده ها عملیات ها فقط در مرز تاجیکستان است. برای چی در مرز اونها این عملیات ها نمیشود؟
برای چیست افسران اونها کشته نمیشد؟ فقط افسران تاجیکستان کشته میشد، فرزندان این ملت کشته میشود. باز یک چیز عجیبش است که نگاه کن که برای چی خانه همین یک نفر دیدی، جنازه شدیدی؟ به نظرم فکر میکنم که دیدی خانه شدیدی همون افسره یک فقیرانه زندگی میکند. افسری یک دولتی که مرز حمایه میکند بیچاره ها، همون گویم که وزارت دفاع، همونها بیچاره ها فقیر هستند، دولت خانه برایشان مهیا نکرده است. میفهمید؟ یگان امتیازهای بهترین برای اینها نیست، باید که دولت این کارها را کند. اکنون بعدی مردم میگه که او فلان شد، روس‌ها گناهکارن، این گناهکار است. بعد یک دو سال دیگر همین فرزندهای همینها، زنهای همینها چی میشود؟ باز به روسیه میروند، باز به روسیه میروند، مانند همین تیموفی ها بچهای آن باک چیکار میکند؟ قربان میکند، قتل میکند. مگر گناهکار همین حکومت نیست؟ همون حاکم هایی که در وظیفه هستند اونها نیست؟ یکمی چیزی که هست برای در جامعه درست، دولت درست، گویم که زیایی ها، طبیبان و گویم که افسران و پروفسورها و انجینیرها با خانه و معاش خوب بهترین باید تامین کرده شود که رشد جامعه شود. با رحمانوف در برآمدش میگه که خانه میگه الله عقل داده، چشم داده است، خانه دو زندگی تان یابید. ما اگر که این قدر سال ما زندگی ما را یافته ایستاده ایم، تو چه لازم هستی در حکومت، در وظیفه تو چیکار میکنی؟ مان رو به تو هم عقل داده است، دست داده است، رو کار کن، زندگی تبر. دولت بی‌حاکی ما زندگی ما رو برده ایستادیم. من در حیرت هستم میگه که علم آموزید. مسئله اقتصادی ما ضعیف است. ها اقتصادی از ما نه، از تو حاکم هستی. 90% گویم که همون محصولات از بیرون می آید. بله، برای اون که زمین های ما را پخته میکنی، پخته را به دیگه جا، بعد گندم از قزاقستان میخریم، سبزی را از ازبکستان میخریم، با یک چیز دیگر از دیگر کشور میخریم. از همون پخته ما یکم به احتیاج مردم استفاده نمیشود. مردم ما لباس پختگی نمیپوشند، لباس همین چینی میپوشند، کیتایسکی. او پخته برای ما لازمه گندم کار، کارتوشکا کار، سبزی کار، چیزهایی که برای مردم احتیاج است. امروز گوشت در تاجیکستان، همین دین رادیو آزادی چی، رادیو آزادی یا سنترال آسیا چی کرد، از همه گرانتر 110 سومون کیلوی گوشت. میفهمید؟ در اروپا 110 سومون از کیلوی گوشت. در اروپا گیلاس، یک کیلوی گیلاس 15 یورو است، در تاجیکستان 500 سومون. باور کن که یک چیزهایی که است که رحمانوف میگه که خانت وقتی که زیایای ما تاجیکستان را ترک میکند میرود، کی این ملت، کی این مردم فرزندان این ملت کی علم میآموزد؟ از برای همین حتی که نگاه کن که طالباکوف یک 3-4 روز پیش یک در همون صفحه فیسبوکش مراجعت نوشته است که با حاکمیت از اروپا گویم که از پولشا و لاتوی و لیتو و آلمان و دیگرها معلمان دولت باید پول سپارد، پول دهد بیارد که فرزندان این ملت چیکار کنیم؟ با همین زبانها، زبان انگلیسی و دیگر زبانها آموزانه که این فرزندها به دیگر کشورهای گویم که غربی روند. این باید که رحمانوف 25 سال پیش این کار میکرد، 30 سال پیش این کار میکرد. اکنون بعضی از یکی گویم که زیایی تاجیک اکنون یکش به کلش این فکر آمده است. وقتی که ما 10 بارو 100 بارو این مسئله را گفتیم که ای زبان انگلیسی زبان دنیوی است، امروز زبان عربی امروز دنیوی شده ایستاده است که حتی در اروپا و هر جایی که روی زبان انگلیسی است، عربی است. بیاید با تو میگه کدام زبان میدونی؟ انگلیسی میدونی یا عربی را؟ لیکن عربی خواندن در تاجیکستان ممنوع است. از برای همین مسئله این است که تا آنگاهی که این مردم بیدار نشوند، این زیایای این مردم، عالمان این مردم حقگو نشوند، رحمانوف میبیاید، رستم میبیاید، دیگر نفر میبیاید، این مردم حالش دیگر نمیشود. او گوید که اروپا برای ما این کشتار، این ظلم و دیگر چیزها، اروپا میآید و امریکا میآید و برای ما کمک میکند، حالت تغییر میدهد. برای اروپا و امریکا لازم نیست. برای آنکه در سعودی
همین سالی که گذشته تقریبا 400 نفر قتل کردن، کشتن. امریکا خب است میرود ترامپ با چی پسر چی بن سلمان، محمد بن سلمان ملاقات میکند، یگان مشکلی ندارد. همین گونه امریکا میرود با روسیه با دوستی میکند، اروپا میرود با روسیه دوستی میکند. برای اینها صدها هزارها میلیون ها امروز افسران روس میگوید که از میلیون زیاد شد، کشته شده زخم شده از میلیون زیاد شد. برای اینها فرقی نمیکند. امروز مطرح کرده ایستادند که همین روز مسئله چی خاتمه دادن جنگ. از برای همین حالت تاجیکستان و حالت فرزندان این ملت فقط من و شما دیگر کرده میتوانیم خلاص. از بیرون یگان کس دیگر کرده نمیتواند و کمک هم نمیکند برای ما، اگر که تا اون وقتی که من و شما حرکت نکنیم. از برای همین من باز میگویم که همین نفرهایی که امروز در سرحد تاجیکستان کشته شدند، در سرحد قرقیزستان کشته شدند و دیگرها، برای چی حکومت تاجیکستان برای اینها گویم که مدال ها دادن، افتخارنامه ها دادن، برای فرزندان اینها به بیوه های اینها برای چی شما خانه ها ندادید؟ برای چی ندادید؟ یا شما انتظار هستید که مانند قابل جان با کشته شود، بعد این وقتی که مردم چیکار کرد، آوازه و دروازه کرد، بعد می برای خانه توفه میکنید؟ با شما انتظار هستید که برای خریدن خانه زنهای اینها را چیکار کنند، مهاجرت؟ بلاگرهایی که صدها رفتن با همون زن ویدیو کردن، نوار کردن، پول دادن، هرچی برای چی خبرگیری ده ها همون فرزندان این ملتی که در همین جنگ قرقیزستان و تاجیکستان کشته شدن خانه های اونها نمیروید؟ روید خانه های اونها، یک بار همون افسرانی که کشته شدن، همون سربازان کشته شدن، روید خانه های اونها را یک بار نوار گیرید. شما اگر که این قدر دلسوز هستید روید نوار گیرید، پیشنهاد کنید که زنهای اونها، فرزندهای اونها در کدام شرایط زندگی دارند. بعد میبینید که تقریبا 80% همه زنهاشون با فرزنداشون تاجیکستان را ترک کردن رفتن روسیه. همون نفرهایی که دین چی بود؟ امنیت تاجیکستان، امنیت من برای وطن گویا کشته شدن، ولی دولت برای اونها زن و فرزندشون بیهوده رفت و این نفر پلکانی که در گرانیت کشته شدن، ولی 2 روز پس زن و فرزند دیگه هم میروه یا میبخش زویراجین یا پراستیتوت که میشوند میروند، دولت در فکرشون نیست. انا حمایت از دولت رحمانوف، از دولت رحمانوف همینه دیگه، اون چیز دیگه نیست. بله، از برای همون بلاگرهایی که امروز در همین چیز گویا که خیب کردن، روید در حقیقت شما ملت دوست هستید، وطن دوست هستید، روید خانه های همونها نوار کنید، نشان دهید مردمی که اینقدر دوست دارید همون ملت، همین دولت، از حق حقوق خودتون دفاع کنید. میشود است که طلب کرده، میشود است که کمک کرده. ما یگان بار نمیگوییم دای محمد اقبال نگفته است، نه من نگفتم که به مردم کمک نکنید، نمیگویم کمک کنید، بهترین کار خیر است کمک کنید، لیکن هم کمک کنید هم از همین دولتی که عهده‌دار است از اونها طلب کردن هم یاد گیرید. در اون وقتی که ما طلب کردن یاد گرفتیم، هم خلق عادی، هم با میگم که ملا و داملا و زیایی و عالم و انجینیر و غیره، اگر که همه حق حقوق خودش رو و حق حقوق کل شهروندان رو اگر که حمایت کند و طلب کند از این دولت، البته که حالت تاجیکستان دیگر میشد. و غیر از حالت من میگم که اگر که باز همین من برای من چی لازم است، مشکلاتی وای است، اگر که گپ زنم زندان میشم، فردا میگم که بعدین باز یک رستم نه با دیگر نفر میبیاید، میبینید که فرزندان رحمانوف زندان کردن سر میکنند، نبیره های رحمانوف زندان کردن سر میکنند. از برای همین باید به اینها هم رسانیم که باز میگویم که مردم باید رساند، این مسئولیت مردم است. باید رساند که کور شده باشی از همون کرسی و از همون پول و مال دنیا، شیره پول اگر چشمات کور کرده باشد، دون که از تو دیگر نفرهایی که بودن که مانند کدافی و صدام حسین و غیره که میلیون ها دلار داشتن، پولهای اونها حساب نداشت، تا حتی که کدافی همین سرکزی را چیکار کرده بود، انتخاب پریزیدنتی شکو سرمایه گذاری کرده بود، او را نابود کردن، فرزندان او را نابود کردن.
در بدر کردن. از برای همین اگر که امروز حالت دیگر نشود، امروز غم ملت اگر نخوری، فردا از دیگر حاکم هایی که میگوید که از تو عبرت میگیرد و غم فرزندان تو، نبیره های تو و عبیره های تو را نمیخورد، همون راهی تو را طی میکند و بدتر میکند که بهتر نی. و بعدین همون اولاد تو برای تو رحمانوف، برای تو رستم، برای تو آزاده، رخشانه و غیره لعنت میخوانند که شما صاحب حاکمیت شده بودید. همین قدر گفتنی بودم. بارک الله فیک. باشی برادر عبدالله، الله از شما راضی باشد. سلام علیکم و الله و برکاته. سلام و رحمت الله. حتما انشالله که از نگاه اعتقادی شرح میکنم گپای برای ادریس. با چهره برآمد میکنی؟ با چهره برآمد میکنی؟ خب با چهره من 3 بار شد پرسیدم، بعد با نگوی که چیو. بله بفرمایید. سلام علیکم اکا. علیکم السلام. سوزه سلامتی و کار برو. سلام باشه. شنوختین اکا، ما پیش قطع شما گپ زده بودم در مالایزیا، هم گفتم کانال کشیدگیم. شنوختین ما؟ ممکن بچه ها زیادن. ممکن. بله برادر بفرما. کروز خیلی اکا سلامتی و. الحمدلله خوبه. سلامت. نه ایترما برو اومدم اکا. پاسوس وای تو در مالایزیا، پاسوس وای توجیکستان در میلیسا زایاولینی نوشته است که ادریس دپورت کنه، یعنی ما را دپورت کنن تاجیکستان. بعد ما را میلیسا قبیدن بردن سیزوی مالایزیا محکم کردن. 40 روز در اونجا بودم اکا. اون ایکو بیجنس برای بیجنس و وکب میگن. بعد همو اومدن 19 نوامبر سود ایمان شد. 19 نوامبر وکب اون اومد ایسر سود مرا آزاد کرد. خیلی بیرون دایم، مقصد آزادی دایم. بازی پناهنده در مالایزیا. پناهنده در مالایزیا. پناهنده دارم اکا. همو پاسوس فای توجیکستان زایاولینی کرد که کروسی ویدیو بروارده کرد. توجیکستان در مالایزیا کیه؟ آزیر تورگال گفتنیش همون پاسپورت در صورت مراد میگیره کو. چی میگن امورا؟ کنسول میگن. چی میگن؟ کنسول توجیکستان در مالایزیا. سفیرش کیه؟ سفیرش احمد امخیلایده نموز. ما او را دیدگیم نامش نمیدونم، لیکن تورگالش نغز میشناسم. این تورگان مغلای چیه یا مغلستان آوردن مودنش دوجه؟ نه توجیک ایو هم نامش امخیلای تورگالای. او در مالایزیا سفیر اردشیر قادری اکو. اردشیر شنویدگیم هست، هم خیلی آدمو که روش ندیدم. احمد گفتنی هست، با تورگال گفتنی هست. اردشیر شنویدگیم لیکن روش ندیدم. خیلی آدمای روش ندیدم. خوب دیگر هر کاری که میکنن به ضررشون تماشه. این همی خیلی مردم نیم کلازن میزنن، بعد مردم میبرن به چهره برآمد میکنن و یا برادر مبارزی دیگه در مالایزیا پیدا میشه و این همی خیلی مبارزه بسید رحمانوف سر میکنه. انا که بسم الله که سر که خدا خواه بسم الله که کانال سر که دیگه که پناهندگی تگرسی دیگه هیچ کس را حقوقی دولت مالایزیا بیرون کردن ندارن. یعنی که خواهی دولت دیگه طبق قانون مبارزه تا دوام تید به هر شکلی که میخواد. پیشم چی داشتم؟ پناهنده داشتم، لیکن با میلیسا با اک پاسوس و کی زایاولینی کرد. زایاولینی پاسوس و چیه که مقصد خیلی بقوته که ایروی همین مرا گرفتن که گفتن که کروسی با توجیکستان دا ریولوسیا کردنی های هم خیلی چیز زایاولینی که بود. ما زایاولینی هم پاسوس فرام نخوندم، ندیدم هم زایاولینی شو. با گفتی هم میلیسا گفتم که برای چی مرا قبیدین؟ گفتن که پاسوس و زایاولینی که بعد 40 روز پس سود شد. چیز 2 کارمند اون اومد ایسر سود آزادم کرد 19 نوامبر. اینا می 1 ماه 1 ماه پیش. سلامت باشید. خوب خداوند بچه بخیر کنه. خوب دیگر همین است مبارزه بردن. همون خیلی که همین لکی یا چیز در حیرون میشم که همین کامنتاریوی که داتای ویدیو میخونم که 99% همین چولپوس های کنلیس های که گفتی گپو که جمع شدن همین کنلیسی میگن تو با قدر امامالی نمیرسی. اوخی همون اوکیپادار چیکو که است که ما با قدر او برسم 35 سالای سوید نیست، مردم جوی کور نیست،
هم توجیکستان در بین دولت‌های اون یک همچون یک دولتی طالبانده میشناسند. وقتی برای کدام کارش که مثال ما شکر کنیم زمین گرفت در خطایا دادن یخی میگن فروختن در قرض حساب کن در کدام کاری وای ما شکر کنیم مردم سوید ندارن 35 سال شد یک مشکلی توجیکستان حل شده نیست در 35 سال. اینا اکا بسیاری در کامنت من می نویسن که در توجیکستان جنگ شهروندی شد برای همین توجیکستان پیش نرفت. اینا مثال میگیریم خرواتیا را اکا همون خرواتیا چنین توجیکستان بویگری نداره بویگری که طبیعی مثال لیکن این آوازی خرواتیا را بینن چه دولتی پیشرفته مینیمم زرپلاتش $1000 توجیکستان با گفت امام علی 7 میلیارد دلار ضرر دیده گه 7 میلیارد دلار خرواتیا 37 میلیارد دلار ضرر دیده گه ای جنگ همون شهروندی شدگی است. لیکن آوازی خرواتیا را بینن توجیکستان را بینن توجیکستان یک دولتی که مثال هم یک طالبانده میشناسند. ای سال 1991 تو همین حوزه را توجیکستان 6 میلیارد دلار مبلغ کمکی گرفته گه دولت ها هر خیلی مثال ارگانیزاسیونی که در دولت ها کمک میکنند. من نمیدونم و چه فکر بکنشون فکر میکنم ماینای سرشون دکنشون هیچون نمیدونم چه فکر میکنن 99 فویدش همون چولپوس هم کنلیس های یا که اکا همو میگم چه بگیم خودشون میدونن که در توجیکستان همش مثال یگان کار بجا وردگی نیست امام علی یا میدونن امی ترس ایکو میترسن امی ترس بسیار آدمو قبول ندارن دکا بجای وای میبروین میگن که نه امام علی زورای سیسو تعریف و چی میکنن مثال ایران میشناسی؟ نه ایران ندیدم ایش مالایزیا اینو چیه توقیدور ایکو خطو نکنه مالایزیایو ای همو اردشیرش هم میای اردشیر هم میای نه ایران من ندیدم همو در سودی من 2 نفر دیگه اومدی بود یادش همو تورگال بود یا تا دیگرش نومش با خطو نکنم احمد بود خلاص دیگه فهمو مهم که اینو همه خیلن وقت اکن باید که یعنی که در یک مسئله را باید که برادر ادریس فراموش نکنی ما تاجیکیم و تاجیک البته با دیدگاه های گوناگون هست هیچ کس ما نمیتونیم که بگیم که دیدگاهی یعنی که گوناگون غلط هست و کوشش کنه با مقدسات مردم ملت کردار نشه یعنی یکی از مهمترین چیزهایی که ترا امی مردم تاجیک مسلمان ای و دینش هیچ وقت تحقیر کرده نمیشود وقتی دینش تحقیر کرده رحمانوف اگر همین مردم به برق میموند به سوید میموند همینطوری میکرد ولی میگو به مردم من مسلمانم من بازید مسلمانم مبارزه نمیبرم حجاب تا بکن مسجدت آزاد همین مردم خب میکرد میگشت میگفتن ما خیر فهمیده هستیم کمک میکنیم یکی یگانه دشمنی همین ملت با رحمانوف برای چیه برادر یعنی ادریس برای اینکه زیدی دین مبارزه میبره زیدی ریش مبارزه میبره مسجد چپا میکنه ملارس میکنه تهمت میکنه بعد دیگه کارو دیگه شم میکنه مردم تاجیک مسلمان های این ملت برای این دین 22,000 عالم صاحب دیوان تقدیم کرده است ایره ایجا فراموش نکن یعنی تاجیک از دین جدا کرده نمیشود وقتی یک کس بگه که همین تاجیک چیش میفهمن زردشتیش فکر میکنن یا مسلمان سوال باته ادریس جان یعنی نه مسلمان فکر میکنن اکا همین نشد اسلام ما همین یک ما اتکریت میگم خیلی مثال باجو نمیکنم ما باوری ندارم ما اتئیست مکم بعدی باوری ندارم اتئیستی برای خودت ولی ما کار نداریم با بدینی تو بدین باش ما مشکل نداریم با بدینی تو ملت بدین دوره مسلمان دوره همه اینمو دوره ولی با تحقیر کردن با اعتقاد مردم تر هیچ وقت بالا نمیبره امیره فراموش نکن مثلا ایرانی دنیا میان در اروپا شما چی میسپرن خب دیگه سازی با دست میسپرن یا تا برای اینکه قبولش بتیه یا اینکه میگه من دین ما علش کردم میسپره فهمیدی به خاطر که بگیره و اگر فکر کنه کدامی که در یگان جمعه من با بدین گفتنم خود ما سبب میکنم که حمایت کنم این سبب حمایت نمیشوه و هیچ وقت فراموش نکنه که من با دین یگان کس تحقیر نمیکنم و این حق ندارم این میره بفهم یعنی من با دین هیچ کس حق تحقیر ندارم و دین و مذهب هیچ کس تحقیر نمیکنم یعنی که اسلوب مبارزه من بگو ادریسم
من بدینم با دین باور ندارم ولی مبارزه برم تا اینکه وطنم آزاد باشه منم در تاجیکستان آزاد باشم انا میتقاطع تو میتونی مبارزه تا برای مقصد اگر مشکل نداره برادر ها لیکن پناهنده من ایروی دین نیست که ایروی که همین ویدیوی پناهنده منم ایروی دین نیست منم پناهنده هم نه که پناهنده من از روی سیاست های بازدید سیاست رژیم رحمان بدن است من پناهنده منم همیشه با این دین یگان علاقه نداره که لیکن من یک سوال دینی دارم که بله بپرس همین مثال همین کتابی چرا حدیثای امام بخاری را تمامی همین علمای دنیا چی دارم قبول دارن همون خیلی نیست اینا من مثال خودم در 5 دولت عرب زندگی کردگیم همین را من بسیاری دا سوال دادم مثال همین وقتی که محمد 53 ساله بود عایشه 6 ساله بود در نکاحش گرفت در همون حدیث اومدگی که در 9 سالگیش هم خوبگیش دیگه با عایشه که با من چندین جاها را گفتم من گفتم شاید آدمای پیشینه قطعی آدمای حاضره فرق داشتن کلام بودن خورد بودن نبرات آدمایی که حاضره از تن و جنس نگاه کرده از آدمای پیشتر خیلی کلونه هم قدشون درازه هم بزباله مثال فهمیدم تمام بس یا تا میره دروز نکنیم تا اینکه قضیه را خوب فهمید یکمش که اگر به خاطری که تو بخواهی که خواهر داری مثال من خواهر دارم دختر دارم خواهر داری نه من هیچ که ندارم اکا هیچ که نداری برای اون خاطر نمیتونی تفهم دیگه تو دختر میوی بعد دختر افتاند بعد که دختر 9 سال یا دقیقه سیگارت نکش گوش کو به احترامی به بیننده نکه تو اینکه چی داشته باش یعنی وقت دختردار شدید دختر تا زن تمه پرسی که دختری من یعنی که آیا کسل ماهانه شد منظور از کسل ماهانه شدن چی است من دیگه طرف نمیرم تا اینکه طرف به همین لوگیکای حاضره میفهمونم همین زن وقتی که بچه تو در چند سالگیت به بلاغت رسیدی که خط مردک فکر که 11 12 13 یعنی که همین طریقه تو میفهمی که اوجه مردکی درست همون وقت زن بگیری زنت حامله میشه و سوال داده حامله میشه میره دختر وقتی که همین اولین استرس شدید که مومای من در 11 سالگی شوهر کس بعد یگان بابام 25 ساله بود مومام 11 ساله بود گرفتاسش بعد یگان پدافیل بابام نه یگان پرابلم نیست 20 سالی سرسم نشه میرم قطعی میرم آرام باش میرم قطعی 12 فرزند تولد کرده است یگان پرابلم نبوده است درست همیتری صدها نه هزارها مثال میارم که 11 12 همیتری قطعی ازدواج کردگیان در یگان شک و شبهه نکرد همین دختر که حیض دید منستراسیون شد значит اومده به شوهر کردن است اگر تو بابا می داشتی قطعی آدمای کلانسال زندگی میکردی چی میگفتن همین دختر را بتاقی بزن که نه غلطی شوهرش بتی این مضحکه و شوخی مردمی کهنه تاجیکستان هدف از این است که قوت داشته باشه یعنی معلوم است که چی است دخترها همش باید شکل نمیشوند یاتش در 9 سالگیش به بلاغت میرسه یاتش در 11 سالگیش میرسه یاتش در 12 سالگیش میرسه یاتش در 13 یاتش در 14 هر خیلی گوناگون هستند شکل و یعنی که خلقت انسانی و این مسئله را هیچ وقت من اگر از پاپای مسیحی از یعنی که کارولای مسیحی بیارمد که 6 ساله ازدواج کردگی باور دارید 6 ساله ازدواج بیست من یا تنه صدها تا مثال ای کارولای اروپا مثال میارم که در 6 سالگی ازدواج کردگی چوا یا بار نمیگوی توی بدین نمیگوی اینا بعد همین تو چوا یعنی که با یک پیغمبری که دید 6 ساله بود با بلاغت نرسیده است 9 ساله شد با بلاغت رسید سرسمه نشه من ترا دیگه مثالات نمیارم برای ترا همین مثاله که تو خودت میتونی اشوشت کنی تو خودت میتونی احساس کنی انا همین است انا همین حالت در دوره پیش تو فکر کنی که آدمای حاضر فرق دارن آدمای پیش رسول اکرم مردیش با 100 مرد امروزه ما و تو برابر بود همین تو چند قای مردی من چند قای البس رسما نشه چند قای نه ما قبل ندارم گوش کردم رسول اکرم قوتش برابر 100 مرد بود الله سبحانه و تعالی خصلت به او داده بود که نه به تو نه به من داده بود بهترین خلق
و بهترین اطوار انک لخلق عظیم. رسول اکرم دارای خلق بزرگ بود. تو اگر در حالتی که رحمانوف لوبای دختر تجاوز دوره، لوبای خیل گرم دوره، لوبای خیل پرابلم دوره، لوبای خیل تجاوز جنایت انجام داده است، یا آدمی دست روناشوشته کناشته یا پدنالت ولا زینای به ایمانی خود زده، وقتی که ما گپ میزنیم در همین شک دارن. ولی رسول اکرم که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، از پیش هوا و هوس خودش صحبت نمیکنه مگر اینکه یک یعنی که برای او یعنی که وحی میرسید و انجام میداد. رسول اکرم ازدواجش اکثرش غیر از عایشه صدیقه دیگر با یگان دختر دیگر ازدواج کردگی نیست، همش زنکای بیوه بودن. همه اونها چی از ام المؤمنین خدیجه کبرا رضی الله عنها، چی از زینب، چی از حفصه، چی از موریه قبطیه، چی مثلا خوب جاریه بود. ولی دیگه زنهای رسول اکرم همش سلمه یک کمپیر بود گرفتش. یعنی که اگر تو فکر داشته باشه که محمد صلی الله علیه و سلم شهوت پرسته، والله غلط کرده. در حالتی که بهترین دخترها را میتونستن براش بتین، ولی ازدواجش همش هدف و حکمت داشت که تا امروز برای امت اسلام آمده است رسیده است. و اگر تو عایشه صدیقه رضی الله عنها را فکر داشته باشی که یعنی که روایت کرده است، بله از زنها رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عایشه صدیقه زنش بود که حدیث زیاد از پیامبر روایت کرده است. و حتی مادرای مؤمن یعنی که همین امهات المؤمنین زنای پیامبر بعضیش که کمپیر بودن، پیر بودن، تنها میخواستن که همسری پیامبر را داشته باشن، اونها چی بودن؟ اونها یعنی که میخواستن که شبشون با عایشه صدیقه بگذرونن. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگفت که من از زنها عایشه را دوست میدارم و از مردها پدرشه. چقدر که من سرید شوربا را دوست میدارم، عایشه را هم تا دوست میدارم. فراموش نکن. یعنی که هر یک انسان میکنه. تو این مسئله را بگوی هزارها مثال از پاپای میارم که 6 ساله ازدواج کردگی ای، 7 ساله ازدواج کردگی ای، 8 ساله ازدواج کردگی ای، یا تعداداً هزارها تا مثال برات میتونیم بیاریم. چرا یک بار نمیگوی که کرال فلانی همین کار کرد؟ لیکن چرا میره تن به محمد صلی الله علیه و این مسئله تر در مبارزات یگان فایده نمیرسونه. توجیک مسلمان ای، توجیک مسلمان تولد شدگی ای، نه رحمانوف، نه یتیموف، نه رمضان رحیمزاده، نه یگان خوگمک بزمک سکمک خوگمک این مردم ای دینش یک طرف نمیکنه. این مردم مسلمان بود، مسلمان تولد شدگی، مسلمان از دنیا بگذره میروه. اگر چنده که نخواهند این بدبختا تا اینکه این مردم بازید ملاش جنگ کرد، مسجد چپا کرد، شوروی اومد 70 سال بازید این مردم مبارزه بود تا به ایمان شکنه، به ایمانشون کردن نتونست و مانند قوق آتش دینشون نقاپیدن رفتن. این دین دینه نیست که همین خیلی یگان افندی باشه، یگان خیلی افسانه باشه، یگان خیلی گپای دروغ داشته باشه. دین دینی الله های که با محمد صلی الله علیه و سلم با توسط قرآن آمد و ما پیرو این دینیم. و هیچ وقت علمای گذشته ما سینا به ایمان بود، بیرونی به ایمان بود، خوارزمی به ایمان بود. یعنی که این قدر علمای جبر مثلا این قدر علمایی که تاجیک به این دین داده است، این دین از یعنی همین باباهای من تو یعنی که بسیار چیزای گرفته است. اصح کتاب بعد کتاب الله بخاری است. بابای ما و تو که بدین من دیندار، انمی بابای ما بخاری بود، انمی بابای ما مسلم بود، انمی بابای ما ترمذی بود، انمی بابای ما ابو حنیفه بود، انمی بابای ما بیرونی بود، انمی بابای ما اگر ما حساب کنیم حساب نداره. آیا فردوسی بدین بود؟ آیا رودکی بدین بود؟ آیا ابو بطیر اوریان بدین بود؟ آیا اوریان بدین بود؟ آیا کمال خوجندی بدین بود؟ کدام اینها با بدینیشون شهرت یافتن؟ نیافتن. انا همین دینشون که شهرت یافتن. در این مردم مبارز باش ولی به اعتقاد مردم کاردار نشه. برای تو بهترین سپاسوبای تحقیر به هیچ کس اجازت نیست. یعنی که ما مسلمانیم و اول ایمان آوردن آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. ما ایمان به خدا، به ملائکه ها، به کتاب های الله و به پیامبران الله ایمان داریم. پیامبران الهی هر چی قدری که آمدن از جانب الله، چه او عیسی باشه، چه او موسی باشه، پیامبر یهود باشه یا که پیامبر مسیحی ها باشد، یعنی که خریستیان ها، ما ایمان داریم. اگر ما ایمان به عیسی نداشته باشیم پس ما مسلمان نیستیم. ببین چی قدر دین اسلام دین توهین نیست، دین اسلام دین تحقیر نیست، ولی توهین رو به خودش قبول نمیکنه. هیچ وقت با بدینیت معروف نمیشه. اگر تو فکر داشته باشی که کافری ترا معروفت میکنه، ترا معروفت نمیکنه، ترا معروف با بدت میکنه، معروف با نیکت نمیکنه.
اعتقادی تو پیش خودت و هیچ وقت تحقیر به دین و مذهب و پیامبر و قرآن و مقدسات این دین نکه. یگانه چیزی که رحمان و پلیدای کثیفای مادر به خطا رفته ولد زینا های همو میگه من مسلمانم زید دین مبارزه میبره مسلمان میکشه قاری میکشه عالم میکشه مسجد چپا میکنه مدرسه چپا میکنه عالما را ظلم میکنه بدبختترین حالت ولی پولیسش میگه ما هم بچه مسلمانم. برای چی؟ برای میدونه که ازید دین مبارزه برده نمیتونی. اگر تو به شرط مبارزه تبر همچون مبارز ولی بازید اعتقاد مردم مبارزه نبر تو نمیتونی ایره. نه من میتونم اینا دیوم سوالکا بله نه ما دشمنی مثال ما مبارزه با 2 میلیارد مسلمان آورده استم. من ایمینو همین ویدیویی که میکنم درباره که اسلام های همش با فکت است. اینا دوم مثال ها درباره این کارولو میگذره مکه این کارولو یعنی که دختر به بلاغت رسید کاملا آماده برای ازدواج است. همین را باور داری؟ سوال داد. نه ما ایرا قبول ندارم مکه. آره значит تو خواهر نداری تو مادر داشته باشی اوچا تپرس که اوچا دکای تو منسترات سشده میگه اوچا. نه تمام ایش مالینا اکو کارولو دا میگذره مکه همو کارولوی پیش ای همین نخوای تو باور که برای چی؟ برای اینکه راه نداری دیگه باور نکنی. این میزاج انسانیت این نه مالو اکا شما ما سوال دیم اینم کارولوی که شما گفتین اکا کارولوی همو پیشینا ای دیکتاتوری رامون هیچ فرقی نداره او کارول بودن یک دیکتاتور بودن او مثال بودن آدمایی که پرزیدنت همو کارولوی بودن انسانای خوب بودن که دیکتاتور بود رنگ رحمانوف یورا ما همچه یک پیغمبری که در مثال آورده نمیتونیم یو کارولان مثال همچه یک پرزیدنت یا اینکه دیکتاتور میشناختن در همون پیش هم دوم مثال اکا ای قرآن در قرآن 25 پیغمبر اومده گه درست ای همه حضرت آدم سر کده تو حضرت همه محمد همه پیغمبرو چه بگم مثال همش همه قطور به قطور اومده آدم اومده ادریس اومده شیس اومده دیگرش ابو در دیگه جای قرآن میگه که پیغمبرایی که هستن که ما نام اونها رو میگه به شما نگفتیم. حدیث میگه که 1400 چند هزار پیغمبر میگه در حدیث. اینا کو الا یگون چیزی صحیح نیست. هر چیزی که در قرآن آمده است پیامبران اولوالعزم یعنی که اون پیامبرانی که نام آنها در قرآن هست ذکر شدگی است پیامبرانی که آنها ذکر نام آنها در قرآن رفته است مثلا 25 تا خب با شکی که در حضرت خضر است یا اینکه مثلا در ذوالقرنین اما یعنی این مسئله هایی که باید تو بفهمید پیامبرانی که نام آنها در قرآن رفته است در این هیچ شک و شبهه نداریم و پیامبرانی که لم یذکر نام آنها ذکر نشده است نام اون پیامبران ذکر نشده است و اونها یعنی که پیامبر بودن ما ایمان داریم با اونها در تو چی شک داری در پیش هر یک شلوغ راستش یک پیامبر داشت یک رسول یک نبی تو فرقیت بین رسول و نبی را اول بدون یک رسول یک نبی رسول و نبی پیامبر امام محمد هم رسول بود و هم نبی بود فرقیت بین رسول و نبی را تشخیص که و پیامبرانی که از جانب الله اومدن همه اونها حق بدن ما ایمان داریم 4 تا پیامبر بود کتاب داشت و پیامبران قبل از او صحف داشتن یا اینکه پیروی رسول ها را میکردن تا آمدن رسولان دیگر و همون خاطر در این قضیه یعنی که بحث دینی نیست برنامه سیاسی است ولی همچون آگاهت میکنم که در مقابل دیکتاتور باش ولی در مقابل دین و اعتقاد مردم مبارزه نبر هر شخصی که در مقابل اعتقاد درست اگر ما بدونم دین اسلام دین حق نیست تو میگم هر کاری که میکنی بکن ولی دین اسلام دین حقه 2 میلیارد آدم توپای نشیدن توپای بدستن تو فقط به سواد دسته 2 میلیارد مسلمان هر یک دین ادریس با نام پیامبر در حالتی که تو خودت یعنی که زیدی امی دینی انا امین است به اون خاطر کوشش که زید نه یعنی تو بدینی پس به همین بدینی مبارزه تا بسید رحمان و بر ولی در مقابل دین مردم مبارزه نبر که تو یعنی که هیچ جایگاهی نخواهی داشت اینم خگپای در نزدی مردم نزدی یعنی اینم خگپ هستن اگه همه ما در هندوستان زندگی کردم 3 ماه همه در هندوستان 1000 و چند نمود دین ایده که همه هر یک دین همو وکیلان هر یک دین خودش حق گفته میدونه که
بعد اکا اینا چخلی که در مسلمان دیگر ملت دیگر دین ها کافر است، در همین دیگر دین ها هم مسلمان هم چه برای اونها کافر است. اینا چخلی که خریستیانو میگه که تو در عیسی باور نکنی تو کافری. این کلمه کافر اکا هم چه یک الیوز استفاده برده میشه برای آدما را داخلش جلب کردن. این کلمه کافر در هم اگر ایخ بگیریم اکا همه برای هر یک دین دیگر دین ها کافر است. خریستیانو برای ما برای مسلمان کافر است، برای مسلمان ها در پیش یهودا کافر است، در پیش هندوها کافر است. این چیز در هر یک دین هست. زکانی سال 2000 یعنی که 20 با زکانی 2025 یا زکانی 2000 ما 2025 تو باید با طبق زکانادا تلستوا کدام زکان قبول کنی 2000 ما یا 2025 سوال در وضعیت امروزه نه این زکان و این دین پروست سوال خیلی بگیم 2025 برای چی؟ به خاطری که آخران مرحله یکی قبول شد و طبق همون باید و الله میگه در قرآن ان دین عند الله الاسلام، دین در نزد الله اسلام است. اما ان دین عند الله الاسلام الله در قرآن میگه و در تحریف بدن قرآن یگان شک و شبهه نکرد. هیچ امکان ندارد که تو در هر در مالزیا، در اندونزیا، در سعودی، در تاجیکستان، در اروپا بره همون آیت قرآن همون است. هیچ تحریف، تبدیل، اعوجاج، تغییرات در این قرآن وجود ندارد. پس قرآن انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما قرآن نازل کردیم و ما اون حفظ میکنیم. پس حفظ قرآن از جانب الله سبحانه و تعالی است. و در این قضیه من نمیخواهم که زیاد همراه تو بحث کنم، تنها یک نصیحت برادرانه به تو مبارزت بر، ولی به اعتقاد و به دین مردم کردار نشه. تو هیچ نمودخل یعنی که چی میگن منفعتی نمیبری از این. ما با بدینی تو کار نداریم، آزادی تو به آدم دیندار نیست یکان مشکل نداره، تو بدینی تمام اتئیستی، ولی اگر تو بخواهی دین فهمیدن یعنی که پس بخوان کوشش کن و با ازدواج رسول اکرم امکان ندارد که دینی تو یعنی که خلل وارد شود. و اینکه پیامبران قبل بدن و در قرآن ایتا گفته است، در قرآن بسیاری چیز هست که شارح اون حدیث است و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. یعنی که آنچه که در قرآن آمده است شرح اون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کرده است. یعنی همین است که ترک کرد رسول اکرم به ما قرآن و سنت و اگر به این دو چیز چنگ بزنیم ما رستگار یعنی که کامیاب میشیم. و همون خاطر در قضیه هایی که به تو مربوط نیست، تو دینی که در هندوستان یعنی که آلت مردی را میپرستن، موش را میپرستن، گاو را میپرستن، یعنی ما مخلوق نپرستیده ایسیم، ما خالق پرستیده ایسیم. پرستیشی خالق از موش از آلت مردک از گاو فرق داره کوخی. تو نخواه عقل داشته باشی فرق نکنی که دین هایی که در زمین خودشون انسانیت راست کردن، مخلوق خودش برای خودش دین راست کرده است، تو او دین با دین آسمانی مقایسه کنی. این مقایسه نشونده است این تشبیهیت. و اینکه در مسئله کافر میگوی بله انسان میتواند که حتی یعنی که یه آدم بگه که کفران نعمتی که داده است الله، یعنی تو با همون منکر شده، همین میشه کفران، کافر شدن به نعمت. یعنی این کافر یگان شاخ خودم نداره. تو مثلا بدینی شاخ نبرآورده، طلبک و زردشتی شاخ نبرآورده است، همو طلبک فای تو همو ادریسی به شاخ گشته است، ولی همش در آخرت معلوم میشوه. یعنی بدین از دیندار در عمل کردش معلوم است، ولی تو با مقابل دین ملت مردمت مبارزه نبر، تو کامیاب نمیشه، یعنی تو پیروز نمیشه هیچ وقت. یگان توجیک به ایمان نمیشوه غیر از همونه که رسیدم برادر نه برات ما گفتنیم که همه کرونا که ما کرونا شوم نمیبینم، که ما بعد نمیبینم، ما نبرات احترام میکنم کرونا. برای چی؟ برای اون که ما در همون کتاب خونده ما فهمیدیم که دین اسلام چیه. که نه ما با چی گفتنیم، ما اینا یک ویدیو دیگه تیار کردیم که آدمایی که مثال هستن فهمیدن و در تاجیکستان که آدمای زیاد هستن که باوری ندارن میفهمن چیه اسلام لیکن آشکار نمیکنن. برای چی؟ وقتی که آشکار کردن از او نزدیکاش رو میگردوند، دیسکریمیناسیون میگن. من اگر بدونم که همین دین اسلام ناحقه من رو میگردونم با یگان نمود خیل نزدیکم ارتباط نداره من ایمان داشتنی من. نه خیلی آدمو هستن که در تاجیکستان من میدونم اگر همو آدم حقیقت دین بفهمه هیچ وقت او نمیتونه که این کار کنه. اگر بدونه که الله های قرآن های
محمد است، یعنی که این دین است. این دین نیست که یگون نفر نوشتگیش باشه، این یگون یعنی که کتاب محرف نیست، یگون دین نیست که این یعنی که از جانب یگون انسان یا بشر باشه. به همون خاطر فرق فهمیش داره. وقتی تو دسته تا به خدا را در تیک تاک در ویدیو و در یگان جمعه میبینی تو در اعتقاد شک پیدا میکنه، تو آزادی. ولی تو انتقاد و تحقیق و اینکه با پیامبر ما تحقیر، با کتاب ما تحقیر، با دین این ملت تحقیر و اینکه تو بگردی بگوی که یعنی که خلل وارد کنی، تو این خلل وارد کردن نمیتونی با اعتقاد یک مسلمان. هر نفره که هر چیزی که برای من بگه، من خودم عقل دارم، میخونمش، میبینمش، میفهمم که من دختر دارم، میدونم که دخترم کی به بلاغت میرسه. تو که نداری نمیفهمی، خدا محرومت کرده سه هم. پس اوچه تپرس لوبای دختر پرس که کی تو حیز دیدی؟ بعد میگه که من بچه جان در 8 سالگیم کسل شدم. پس نه چی در 8 سالگیش میتونی شوهر کنه؟ اگه قانون بشر باند از 18 ساله تو عقلت نمیگیره دی. برای چی؟ به خاطر نه من میفهمم اکا، من میفهمم اکا، من همون چنین در خودم در کویست. بعد اکا همین یک سوال دیگر، محمد خوندن نمیتونست؟ رسول اکرم اگر خوندن نمیتونست، یا آدم دیگر رنگی تو میبرامد میومد میگفت که همین قرآن خودش نوشته است. انا همون کارتونی این قرآن خطیچه نوشته گه که قرآن هیچ وقت خطیچه ننوشته است. ایدلی خودت گپ نزد. خطیچه چیکاره بود اکا؟ حضرت خطیچه ام المؤمنین همسر پیامبر بود. وقتی که بیزنسمن بود، میلیونر بود، باسواد بود، اما خبرت نبود اکا. قرآن یگان رمز حضرت خدیجه پکروی تلی رسول اکرم بود. حضرت رسول اکرم گپ درباره اینه، تو یه دختر برای پولش دوست می‌داری، وقتی یه دختر یاش دیگه گرفتی او را فراموشش میکنی. رسول اکرم عایشه صدیقه را گرفته بود. حضرت عایشه حتی با مرگ حضرت خدیجه مردگی بود رشک داشت. وقتی تو دین نمیدونی از دل خودت گپ میزنی. حضرت عایشه من خوندم همین چیز را دختر گرفته بودش. رسول اکرم حتی گوسپندی که میکشت با دوگانه‌های حضرت خدیجه میدادش، از محبت و دوستداریش بود. حضرت پیغمبر خدیجه دختر نبود. خدیجه دختر نبود، خدیجه زن بود، ولی عایشه صدیقه دختر بود. ولی بعضا این دختر بود و اون بیوه بود، فرزنددار بود، گرفته بودش. ولی عشق و محبت رسول اکرم به حضرت خدیجه آنچنان زیاد بود که حتی مادرمون ام المؤمنین عایشه صدیقه با همون که پیامبر دوست می داشت خدیجه را، بعد از وفاتش هم میگم رشک داشت. انا ایرا گفته ایسا مطرح تا اینکه مطرح میخوام بفهمونمت که حضرت رسول اکرم ام المؤمنین خدیجه را دوست می داشت و تا وفاتش، حتی وفات حضرت خدیجه را عام حزن نام کردن. تو وقت تاریخ نمیدونی، یک تا آیه جو میگیری، یک تا آیه جو میگیری، بعد کلا یعنی که مخبطه میشود، اللهش میشود، دیگه نمیتونی چی بگوی. نه کما ما میگم کما ما در تاجیکستان بودم که الحمدلله که کافر شدم. ما در تاجیکستان بودم که سال 2020 با خودت ما مشکل ما نیاز نداریم با ما که ایرا ایدهانی کدوم نه که یا اینکه ایروی چادیچی بود دیگر چیزا نه که وقتی که ما در سال 2020 در یگان جو نبود چادیچی پاکا. اگر باشه ما نمیدونستم این چیزا را. ما این چیزا را همین 2 سال شد میدونم، همین چادیچی و ماجیپی تو میسول ده یورا. ما که این چیزا را ما خودم خوندگی، ما ای پشت یک خلاص بهترین الحمدلله گفتی خودت کافر شده، ما مشکل نداریم با این کافریت، ولی تأخیر نکنید. یعنی که مثلا چی میگن با یعنی که مقدسات و با دین و با قرآن و پیامبر ما تأخیر نکنید، یگان مشکل نداری، تو آزادی، یگان مشکل نداری. یعنی ما الحمدلله که این اولی او بچه ها گفتن که نمروی ما را نبرور، مقصد در تاجیکستان گپ چپ زیادی میشه. الحمدلله که 5 نفر مثال همین چیزا فهمیدن. یک ماه پس ما را زنگ زدن که برادر ما همین چیزا را خوندیم، ای حدیث ای قرآن، در حقیقت گپی تو تغریب ده. مثال الحمدلله کافر شدن که مثال فهمیدن ده. مقصدی که ما دین فهموندنم مبارزه ما بر ضد رحمانی دیکتاتور آزادی تاجیکستان بیشتر معروف میشه. یعنی که مثلا زردشتی شه بیشتر فایده داره برای تو را قطع طلبت. وقتی که همو خدایی که نیست، ما چه بگم که ما یهودیم یا اینکه خریستیانم یا اینکه زردشتیم.
من خلاص هدف نمیتونم من فهماندم بود، من فهماندم به خاطر خدا و در پیش الله هم دیگه من جوابگر نیستم، ولی میم هم قدر میگم که کسی را کافر که کسی کافر میشه و کسی با تو باور میکنه اوش کاری تو، ولی همونایی که گپی طرف فهمیدن همون هم نفهمیدن تو چی فهمیده او هم نفهمیدن. اگر همون آدمی که خودش به همه شبهاتی تو باور کرده است اگر واقعا میفهمید که گپی خودش، همون آدمی که در ازدواج پیامبر یعنی که همین خیل شک داره و همین خیل یعنی که فکرای بد داره، همون زن شپرسه که زنک همین دختر من چند سالگیش ده حیزدید میگشت که زن دختر رو در 9 سالگیش حیزدید میفهمه. تو سرتن برجنبونی در اروپا دختر 10 ساله دختر نیست. بچ کنی سوال ایشه چی میگوی؟ 10 سال من مثال همین آدمایی که همین بابی‌هایی که پیش زن گرفتن 13 14 ساله مثال 10 ساله زن گرفتگان بسیاری همور اما اهمیت دادگیم در همه خدم هیستوریم در همه اهمیت دادگیم یادش بچهش چیز اینوالی تولد شده گردنش کجای خیلی یک کسلی داره این به سبب یگان کسلی نداره. کسلی از جانب الله های و اون چیزی که انسانی 50 ساله کودک تولد میکنه کسلی داره. او کسلی را تو با ازدواج بر وقت ندون، برعکس این مسئله را تو یک چیزی که گفته است ما هیچ وقت همین 18 ساله ازدواج کرده استن بردک بچه و دختر یگان مشکل نداره در این مسئله، ما مخالفت با این نداریم. نه که این که در عصرهای گذشته کارهای انجام دادن بابای ما یگان کودک تولد شدگی ایمامای 13 ساله هم که کسلی بیماری نبوده است. نه 13 ساله 14 ساله این نرم یکا 13 ساله 14 ساله مشکل نیست، لیکن 9 ساله 6 ساله اکا اورا تپچه موندن واپسی در کودک ایده کواد هیچ کس نمیگیره و این مسئله را یک خیلی شرح کرده است که خودت با فهمی غلط و مخاطب دیگه من زیاد بحث نمیکنم. مهمم قدر میدونم که مردم ما یعنی که خدشه وارد نکنه ما کار نداره یگان کس بته یعنی رحمان ازید همین دین مبارزه نمیبرد، همین مردم با همین بیسویتی با همین بیبرقه همین پیربوزبلای احمق ولازینا را کاردار نبودن. مبارزه بردن من با زمین دیکتاتوری و ظلمش دو بود برابر دینم رحمان و فضل در برابر برای همون من میفهمم که مخالف یعنی که فطرت دین این مردم است به همون خاطر مبارزه من حق همین کرده است که یک رحمان که بازی دین من مبارزه برای مبارزه برده استم و همون خاطر نه او برای دین هیچ مبارزه بردگی نیست. شاید در نوستی و بروماگی باشن در خبرو مردم گشتن نماز خونده ساتر شکر گشت است گریش مونده گشت است حاضرم پیشم تا همون قم فهمی شد میگم پیامبر رنگ همی که شناخت پیامبر شناخته دینه شناخت ای رحمان و فهمی خواهی اگر که میفهمیدی دیندار منم میگه حافظ منم و برادرم میخونه من مسلمانم تو دردی من مسلمان گپ زده است در حالت من میدونم که مسلمان چی اوضاع اذیت داره تو ای دردی من چی گپ میزنی من مصیبتی مردمی مسلمان توجی که من میدونم تو که مسلمان نیستی چگونه تایتنی من گپ میزنی حافظ منم برادرم میخونه هیچ اوضاع نیست. اگر اوضاع 5 سال در تاجیکستان همین 5 سال در تاجیکستان اکا همو مسلمان کشت اکا برای منصب نه برای دین نه برای آینده ملت نه در سودان در سومالی در افغانستان در یمن در کجایی را مثال نیاوریم گپ همین در کجا میره برای منصب اوکراینی را برای دینش کشته است نه این جنگ برای این بین دو دولت های دو دولت اونم باید دو آدم بود نه که موبایل خودکا شکل خود میزد اوشان برای دین نبود برای نمیدونم یک چیز دیگه بود به همون خاطر این انسان الله وقت آفرید قتل برادر با برادر از قابیل و با هابیل سر شد. تکش تو اگر تو فرزند همون آدم باشی اگر میفهمی که فطرت انسانی با یکدیگرش مخالفت کردن از آغاز خلقت آدم بود. این مسئله ارتباط به هیچ چیز نداره. مال برادر سلامت بشه کا خب بله ما مهم و مشکلات با هیچ نفر نداریم که دین خودش است ولی مهم همین است که ما هیچ وقت نمیخواهیم که یگان کس با دین ما و پیامبر ما و قرآن ما یعنی که تحقیر کنه و اگر واقعا بدانن یعنی که اون چیزی که میگن حتما تجدیدی یگان نمود خیل شبهایی که آورد یگان شبهش به نه به قرآن مخالفت یعنی که مخالفت کرده تو نیست و نه مخالفت به یگان چیز دیگر. بله علی
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. اکا سلامتی میخوایم. سلامت باشی برادر. یک چیز گفتنیم باور که اکا خلال روشی در همین غریبیم هیچ نه امکانات گفتن نیست اکا و خیلی سلامتی شما را میخوایم اکا. سلامت باشی. سلامت باشی برادر. خب بله، واقعا بیننده عزیز گرامی بار دیگر میگم ما هیچ مشکلات با هیچ اعتقاد و دینی نداریم. همه آزاد است و همه میتواند که هر اعتقاد و هر فکری داشته باشد. ما یگان نفر برای اعتقاد، ولی من نه زردشتی را تحقیر میکنم نه زردشتی من تحقیر کنه. لکم دینکم ولی دینی. من نه یگان مسیحی را نه یگان یهودی را هیچ دیده که یگان وقتی من یگان یهودی را مسیحی را یگان برای من حقی تحقیر هیچ دین و هیچ آیین و هیچ اعتقاد ندارم. ولی هیچ کس هم نباید که دینی من اعتقادی 2 میلیارد مسلمان را تحقیر کنه. تمام این نمیخواد پس لکم دینکم ولی دین. برای شما دینی شماست، برای ما دینی ماست. و همون خاطر قضیه هایی که یعنی که واقع میشوند همینجا برادرام میره یگان بارم ندیدم لیکن برادرام اینجا نوشتن. من همین را سوالش کردم که نه واقعا بعضی برادرها وقت تماشا میکرده دستان اگر من وقت زیادی تماشا ندارم که در تماشا کنم. خب دیگر همین است. خب بیننده عزیز گرامی لایکاتون نمیدونم از 405 لایک زیاد نگذشت و سوال جوابی که گذاشتیم یا که نظرسنجی میخواهید انتظار باشید تا رحمان و سال 2027 برق دهد. انتظار هستی که رحمان رو برق دهد. 92% مردم میگن که 1 ثانیه بدنش نمیخواهیم. از همین تقریبا 1000 نفر و تقریبا 80 نفر از این 1000 نفر اگر بشوه یعنی که بله راهی دیگری نیست. 8% مردم یعنی که میگن دیگر راه نداریم رحمانوف دیگه که هست یعنی که باشد. پس شما هیچ وقت آزرده نباشید که یک تاجیک یعنی که یگان عقیده دیگه داره بدین است. هیچ مشکلی نداریم. ما این ملت است، مردم است، هر نمود انسان هر نمود اعتقاد در دین در مردم وجود دارد. ما یگان مشکل بار دیگر میگم با هیچ نفر نداریم. اما اون چیزی که هست یعنی که این و کذالک جعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء علی الناس. دین اسلام دینی وسط است و این معلوم هست و این چنین یعنی که اعتقاد و اون چیزی که یعنی که مردم دارند و اون خودشون است. با ما یگان چیزی نیست. یعنی به همون خاطر ما هدف و وظیفه و مراد و مقصدمون مبارزه بردن با ضد رحمان و دعوتاً هر یا اتئیستی از هر کسی از آزادانه باید زندگانی خودش بکنه. هر دین یعنی که هر یعنی که عقیده هایی که هستن از همین مردمن، شهروند کشورن، اونها آزادانه حق زندگی دارن. و همون خاطر یعنی که قضیه ها زیاد است. بله برادرای گرامی، قرآن در مکه 23 سال یعنی که در عموم 23 سال نازل شد و 13 سال آن در مکه بود و بعد از اون 10 سال دیگر در مدینه بود که قرآن در مدت 23 سال نازل شد و همه آن آیات هایی که در مکه نازل شد مربوط به دعوت بود و احکامی نبود، حکم نبود. هر حکمی که نازل شد در قرآن در سوره های گوناگون دیگری که مدنی هستند که اونها زکنده تلستوره و حکم نازل کردن اونها در مدینه بودند و زیادی از عمل هایی که چی از عبادی چی از مثلا روزه نماز همه اینها اصلا در چی بودن؟ در یعنی که مدینه بود. به همون خاطر در قضیه زیادی که چون فهم ندارن و نفهمیده از دهن یک کس میگیرد خودش نخوانده و همون خاطر چنین یعنی که قضیه ها را از دهن که وقتی میگیری خودت نمیخوانی همین خیلی میفهمی. انسانی که میخواهد که اعتقاد داشته باشد به چیزی پس او باید بخواند، پس او باید بفهمد. من میخواستم در قضیه گپی برادر یعنی که عبدالله یک دخالتی دیگر کنم که گفت به ملاها باید بفهمانند. ما چند روز قبلم درسی که از این نگاه اعتقادی داشتیم در قضیه یعنی که شرک اصغر عملی انجام دادن یک انسان عملی دینه به خاطر دنیا انا همین شرک اصغر است. اینا باید هر یک انسان بفهمه. یک انسان میخواهد که ملا شود
چرا؟ تا اینکه بخره به چرا بگرده. یعنی هدف علم آموختنش به خاطر که در دنیا بخره راحت کنه. انا همین شد عمل دین، یعنی آموختن علوم دینی به خاطر چریدن خوردن در دنیا. یا انسان است نماز بامداد شه میخواد که برای اشتراک کنه، یک برادر دیگه دختر داره، برای که بگاش که بسیار باشه نماز خونه، همون میگه دیدمش در نمازهای بامداد بود، در نمازها بود، دختر ما میتیمش. این همین عملی نماز خواندگی همون شرک است. به خاطر چی؟ به خاطر که نماز شرف خوند تا اینکه ببینه، تا ریا کنه، تا اینکه او ببینه. نماز خوند به خاطر خدا، ولی هدف فقط دیگه چی است؟ یا آدم دیگه ببینم، همون نفری که دخترش میتیه، تا اینکه بگه دختر ما میتیمش بیره، نماز خون بود است، در نماز صف اول در ایستادگی. ولی هدفش ازدواج کردن با دختر همون آدمه و اون آدم نگاه میکنه که کدام آدم دختری مناسب به، یعنی که مردک مناسب به دختر است. خب این یعنی که مهم است برای هر یک پدر تا اینکه انتخاب کنه، در انتخاب دامادش یک انسانی مسلمان انتخاب کنه، تا اینکه از اون یک نسل برایت که یعنی که بعد از اون خوب در نسل این یگان خلل وارد نشود. این مسئله مهم. ولی اگر همون جوان هدف نماز بامداد رفتنش به خاطر که من نماز میرم در گلوبینه دوشش باشه که من میرم تا هم پدریم دختر شبتیم، این هم شرک است، شرک اصغر. و این قضیه خیلی وزمین است. یا اینکه یک آدم قرآن حفظ میکنه تا اینکه من قارین بگن، یعنی که اینم داخل میشود در چی. ولی انسانی که علم آموزه تا اینکه الله بلندش برداره، انما یخشى الله من عباده العلماء، از الله عالمان میترسند. یعنی که عالمانی که واقعا اونها علم آموختن و اونها هدفشون همین است. ولی اگر علم آموختگی تو به خاطر شهرت، عزت، شرف در دنیا باشد، پس بدان که اون علم ترا نه در دنیا فایدت میکنه، این همیشه شرمنده و رسوا و رسیاحت میکنه، چون که قلوب مردم در میان اصابع به مثل مانند الله هست. هر طرفی که دل مردم از سوق بتیه، همون طرف تو میخرن. و همون خاطر انسانی که علم به خاطر یعنی که فهمیدن مفاهیمی که میخواهد از اون علم با آموزت گرفت یاد گرفت، خداوند اون انسان بالا میبردارد. ولی اگر اون هدفش واقعا هم الله باشه، الله در دنیا هم عزتش میتیه، در قبرم در آخرت هم. مثلا در این قضیه باید هر یک کدومتون فکر کنید و بدونید که علمی که میخوانید تنها از اون هدفتون آخرت باشد، هدفتون به خاطر الله سبحانه و تعالی باشد، نه اینکه به خاطر دنیا، نه اینکه به خاطر کار کردن. البته تو دنیا رم اگر تو صادق در همون علمت باشی، تو صادق در همون حفظ قرآنت باشی، تو صادق در همون عملی که انجام میدی متقن و خالص به خاطر الله انجامش بدی، حتما تو عزت و شرف تا پیدا میکنی. خیلی که رسول اکرم سوال کردن که یا رسول الله، مثلا رسول اکرم در حدیث آمده است که از رسول اکرم سوال کردن که رجل یرید الجهاد، یا آدم میخواهد که جهاد کند و هو یبتغی عرضا من اعراض دنیا، یک انسان میخواهد که جهاد کند ولی هدف از جهاد کردنش، هدفش یکی از یعنی که برای دنیا یگان چیز کردن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ لا اجر له، هیچ اجری برای اون نیست. باز همین سوال همون آدم فعاد علیه ثلاثا، سه بار همین سوال پرسیدش. رسول اکرم گفت لا اجر له، هیچ اجر برای همون نفری که هدفش به خاطر مبارزه هست، که حدیث صحیح بر روایت امام احمد است، یعنی هیچ اجر برای اون نیست. پس هدف شخصی که میخواهد کار انجام دهد، پس باز اون خالص به خاطر الله باشد، نه اینکه به خاطر اهداف و به خاطر اون چیزی که یعنی که تو دنیا ما مبارزه برده سیم به خاطر که دنیا ما نه تغییر بتیم. تغییر دادن دنیای ما در یک دولت قانونمند، یک دولتی که عدالت اجتماعی وجود دارد. دولت‌های اروپایی بزم این که دولت‌های یعنی که دنیوی هستند، ولی چون عدالت استوار است، دولتی که دینی است و در اون دولت عدالت نیست، اون دولت پایدار نیست. ولی دولتی که غیر دینی است و عدالت اجتماعی در اونجا وجود دارد، اون دولت پایدارتر است. این هیچ وقت فراموش نکنید. دولتی که دینی است، در اساس دین تشکیل شده است، زکندت است، دین است، قرآن است یا هر دینی دیگری باشد، ولی اون اگر ما مسلمانیم از دین گپ زنیم، قرآن اساس قانون ما باشد ولی هدف عدالت اجتماعی نباشد، تقابوزی، ای بچه فلانیه، ای بچه وزیر ایران زندانش نکنه که بزیبه، ای بچه یعنی که فلانیه. عدالت باید باشد. وقتی عدالت شد، پس در اونجا یعنی که مداوم است اون دولت. و همون خاطر ما هم وقت باید چیکار کنیم در قضیه یعنی که دولت عدالت پیشه که میخوایم بنیاد کنیم، در این قضیه باید حتما یعنی که عملمون انجام بدیم. این است هدف و مراد ما. مهاجر. بله.
بله سلام علیکم برادر محمد اقبال. و علیکم السلام و رحمت الله. خستگی شما هر بار حس میکنم. بله آفرین به شما. همه غم قرار میفهمانم مردم تاجیک اگر بله به شما بده شید وای باشه نمیفهمم. بهترین به شما. من همینجا میستم دیوانه میشم. مقصد مردم ای امنیت سر کرده تا گو رئیس محله تمام اینفرماسیا میدانم چی گپه. ای مردم شما چی به ایقل خب خاموش دیوانه میشم برادر. نمیدانم بهترین به شما. روزایی میشه گریه میکنم وای میکنم هیچ روحی ویش نیست. چرا این مردم ما اینقدر خاموش یک بار نمیبینه شما؟ الله در قرآن میگه که ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. هر آینه بعد از هر مشکلات آسانی است. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. دو بار مشکلات دو بار آسانی. یک نت هر مشکلات نهایتش آسانی است. ان شاء الله این پایان شب سیاه سفید است. یعنی هیچ وقت خسته نباشید. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. هرگز غمگین نباشید، هرگز همه وقت استوار باشید. شما اگر مؤمنی واقعی باشید ان شاء الله پیروزی از آن ماست. ما همه وقت صبر داریم. صبر در حالتهای معین، عمل در حالتهای معین، گفتار در حالتهای معین. همه چیزی مشکله که ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز برای یعنی که مسلمان ها وقتهای معین دارد. یعنی که هیچ وقت نمیتونید نماز شما در بامداد بخونید. برای چی؟ برای وقتش نیست. به همون خاطر انسان یعنی که مرتبط به همون نظامی که این خاصی انسان است به همون باید عمل بکند. برادر گرامی هرگز خسته نباش، هرگز غمگین نباش. تو بدان که ان شاء الله پیروزی از آن این ملت، از آن این امت است. در این یگان شک و شبهه نداشته باش. رسول اکرم حضرت نوح علیه السلام 950 سال دعوت کرد. البته دعوت کردنش به کدام شکل است؟ دعوتی که بعد از اینکه به پیامبری رسید بعد دعوت شروع کرد. یعنی دلالت میکنه که 1000 سال عمر دید. یک روز در نزد خداوند 1000 ساله. روز خداوند یک روزی که الله سبحانه و تعالی داره برابر به 1000 سال امروزه ما است. خوب دقت که هر یک کدومت. یک روز در نزد خداوند 1000 سنه. یعنی که 1000 سال یک روزی مقرری الله که یک روزش 1000 سال امروزه دنیای ما و شماست. خوب دقت کنید. نوح علیه السلام یعنی یک روزی خدا معین کردگی که نزد الله زندگی کرد، دعوت کرد. دیگه پیامبر را خودتون خلاصه برید. رسول اکرم 63 سال یعنی که تقریبا یک ساعت یک نیم ساعت یعنی که یک نیم ساعتی که نزد الله هست در دنیا زندگانی کرد. اگه فکر که چخله که بارها گفتم یک زن بچه‌ش 350 ساله بود رفت گریه داشت. حضرت موسی را پرسید که چی گپه؟ گفت ای بچه من یعنی که 350 ساله بود جوان بود مرد. بعد اولا گفت گریه نکن. گفت درد من از کجا میفهمی؟ گفت که آخه دردی ترا. گفت بچه من 350 ساله بود جوان بود در دنیا رفت. بعد وقتی که دو داشت گفتش که موسی بود یا شو طریقه پیغمبر بود. برای گفت میبخشی من نفهمیدم در وقتی مصیبتم اگه گپت گفتم ببخش من. بعد گفت که خلاص فهمیدم. بعد گفت میدونی که یک پیامبر میان نامش محمد است و امت او از 60 تا 70 سال عمر دارن. بعد گفت اون مردمی که 60 70 سال عمر دارن خانه میکنن، اونو غذا میخورن، یعنی زندگی میکنن، یعنی این 60 70 سال چیه آخه؟ کودکای ما 60 70 سالن. گفت بله اون مردم زندگی میکنن، خانه میسازن. نگاه که در 60 70 ساله که ما چه خیلی وضعیت. بعد میستن فکر میکنن که او سالها این سالها فرق داره. با میارن انمی مردمی که نمیفهمن اعتقاد و دین نمیتونن فهمیده برای ما مثال میارن میزنن چی که یعنی که اون مردم او وقتا فرق داره. در حالتی که فرقیت خیلی زیاد داریم، خیلی زیاد رازنیسه. پس به همون خاطر در هم یک نیم ساعت عمر داریم در نزد الله سبحانه و تعالی. یعنی که با روزی الله حساب کنیم اگر ما پس ما چیکار میکنیم؟ یعنی که هیچ وقت غمگین نباش. ولا تهنوا ولا تحزنوا. هرگز غمگین نباش. ان شاء الله که پیروزی میرسه. ما در ایمان داریم و یگان شک نداریم ما. بله برادر مهاجر.
ولی تشکر برادر. حیران میشم میگن محمد اقبال خیلی دروغ گپ میزنه. بیاین اینجا من صحبت کنم که من طرف خلق عادی میبرم برای شما تمام استوریا همین نقل میکنم چیزی که در حیات دیدم. انا مقصد دکزات کرده شما در تیم همین حقیقت یا نیست. این برادر ایقا گپ میزنه تمام میگه بهتریناش در یگان تلویزیونی تاجیکستانی خیلی نیست و این نیست. حیرانم پروست با میبرن چاپلوسا با میگن نه تاجیکستانی خیلی نیست بهترین ای کجا بهترین ای برای من یک تا ملیسا سر کنم تو رئیس محله در شما هم خیلی عادی گاو زنم که همه خیلی هست یا نیست یک بار شما گوین که همه خیلی هست یا نیست. پدرتان الله شما حیوانای چاپلوسای یک بار برو این حقیقت یک بار گپ زنین شما حقیقت. بله حقیقت بارک الله برادر. سلامت باشید. زنده باشین سلامت باشین کجای هستین در پناه خدا باشین. سلامت باشید. خب یک برادر بوری است قریب یگان 11 ماه می نویسه ای کدوم گجای نمیدونم از گجای روسیه در بازار فلانی است اون بسیار هم بز است. یادم این طریق گپ قطعا یگان کس تهمت نمیکنیم. الله در قرآن میگه اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. من مسلمانم و هیچ وقت یگان کس تهمت نمیکنم. اگر شما میخواهید که یگان چیز نشر شود پس باید شما بنویسید نامه و مدیریتور را میگه که محمد اقبال یگان کس نفهمیده بز اعلان نمیکنه. من در پیش الله جواب میگم اگر کدمی را تهمت کنم. به همون خاطر هیچ وقت اینجا کامنتاری نوشتن کامنتاری سوئد نداریم کامنتاری فلان تاجیک زدن کشتن این هیچ چیزای واقعی که امروز میبینیش. تی آدم قطعی میبینیش در بازاری یعنی که کدوم منطقه بود نمیدونم همین چند برشید نوشته است همین را به محمد اقبال برسونه که در بازار فلانی یا آدمای او بزای. این طریقه پورا ما یعنی که نمیتونیم که در برنامه بمونیم تا اینکه برسونه با بعد من بز بوشش کورش کنم. تو که وقتی که میدونی باید بنویسید او قضیه بعد از اون میتونه که یعنی که کدوم وقتی رکت بود نسبت توجیک رکت بود این برای ما دلیل نمیشه برادر. تو باید بنویسی پر را ما میپرسیم اون بچه‌ها بو تحقیق میکنیم میفهمیم و 5-6 کس شهادت داده اون بچه‌ها اونجا بودگی بعد از اون را ما یعنی که اگر که نشرش کنیم دقیق کردیم بعد از اون نشرش میکنیم. اما خاطر طریق قضیه رو در این کامنتر ننویسی. ما هیچ وقت این طریق گپایی که یا آدم بزای گفته گپی یا آدم بار یا نمیتونیم اون طریق رو نشر کرده. طریق گپا رو ننویسی. تو می تو خواهی نوشتن بنویس. ای یعنی که سویردلوسک نوشتن اگر مشکل شد نشرش کردیم تحقیق کردیم نشر کردیم یعنی که در سفر چی گپای در کدوم منطقه چی گپای نویسی اون تا اگر مشکل وجود نداره در یعنی که اینکه شما می نویسید. با اون خاطر در یک کامنتار یا واپسی نوشتن یگان فایده نداره. هر گپا کپای کامنتار یا نیستن. بله او بفرمو میکروفون تا گرم که گبزه. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت. اکه محمد گل آدمی که گفت که الحمدلله کافر شدم اما را نگاه کردیم خیلی تحقیق کردیم و فکرم که آدم سپراواتسی را یعنی که شما را و همون احساسات بردن خواستک به فکر من یگان احساساتی هم نشدم برادر. آرام صحبت کردم آرام یگان گپ دیگه داشتم که درباره دیگه موضوع ما موضوع کافر شدن و مسلمان شدن یگان کس نیست. موضوع ما سیاسی است. بعد یگان گپ دیگه داشتم من گفتم امیر فکر کردم که چه آدمی برای میگه الحمدلله کافر شدم خندم گیری برام از دانش شما مثال گپ گیری. الله میگه که لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. یعنی هیچ وقت شما منت نکنید که من مسلمانم بلکه الله منت میکنه شما را که شما را هدایت کرد به این دین. همون خاطر همه ما کافر شیم مگر به الله یگان ضرر نیست. همون مسلمان شیم و برای خودمون مسلمانی که کافر میشیم همون یگان مشکل نیست. کافر شید توکل به خدا الهی برای یعنی 3000 بار کافر شای و پیش یگان ارزش نداره کافر شوی. تو مسلمان برای خودت میشی برای من نمیشی.
ما برای چی قهرم که وابشه قهرم نمیکنه. نه خیلی صبر کردید به خدا رحمت. من یگون نمود خیلی دیو یگون احساساتی ها نمیشم تماما دیگه احساساتی شدن بس کردیم. ما هم که تصمیم گرفتیم که دیگه احساساتی نمیشیم در یگون قضیه. یا ای گاب میدوزن منتاج میکنن ایده یا بسیار بقواتانه مونش که چطور میکنه کردن بگیره. مونش آزاد هست. هر برادر آزاد است. هر کاری میخواه کردن بگیره. سلامت باشی. سلامت باش برادر. خب برادر واقعا هم در قضیه‌ای که مربوط به همین مسئله ها هست صحبت در موضوع برنامه کنی. بله سلام علیکم. و علیکم السلام محمد اقبال چنین خوبه؟ الحمدلله خوبیم. بله خدا ساعت صحبت کنه. محمد اقبال یا چی گفتنی و همه این میروزم با یا از بچین نوزنگیره یا گلک کشتگی همه دنیا فهمیده باشی ممکن؟ نه تا حالا نفهمیدم. برای امروز مشغول بودم دیگه اجازه دیگه نه تماشا نکردم. در کجا کشتن؟ در کجا کشتن؟ اینه مسکو دا کشتیان یا گلک مایده کشتی یا بچین نوزنگیره تا بدینه و چشم اونجا همه مرا زن که همه خیلی شاید من میدونم ما همین امومالی دیگه چی گفتنی و محمد اقبال بله امومالی حیوان این مطلب اول گفتگی بدون زند ایمه انشالله ایمه یا لوبوی ظلم دمو توقت میکنیم ولی محمد اقبال بخدام قوازبین رفتی سر رید هم مرا روی کیسیان این امولی چیزوی اوادگه که دموی ناو هندیه بله یا زنکا ای هفتم یا هشتم اتاج فریدیان فهمیدی؟ ناوی نمیوره خبر بیان گوشه دانگلا کدیان یا زنکی صویب خونه را هندیو پرت افتندش هندیو کردن هندیو فریدیان شا خیلی که دیگه هندوهای دنیا را قبول دارن در جای تاجیکا توریه امومالی حیوان بخدو قسم دیپوردم با نام الله تو بایزمده میویم مطر ای اول گوشتم زند ایما انشالله ایما یا ایرا ما لوبوی خیزان تمام میگیرم در سه روز خونم دا میبندمش ایرا ایود نر رستم گم در ایودت بگی گم مال محمد اقبال سلامت باشی. زنده باش. سلامت باشی. خب سلامت باشی. برادر تحقیر او قدر یگان خیلی ارزش نداره. خوشش کنی یعنی کی گفتی گپا اون چیزی که مهم هست باید که ما کارهامون رو انجام بدیم. خب خیلی بیننده عزیز و گرامی ما و شما انشاءالله که برنامه‌مون تا اینجا رسوندیم و حدودی 3 ساعت و 40 دقیقه شد و 978 20 نفر دیگر مونده است برای رسیدن به 1000 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن. بیننده گرامی در نظرسنجی اشتراک کنید تا اینکه علالاقل به همون 1000 که فکر داریم برسد، یعنی که 1800 نفر دیده ایستن ولی نظرسنجی در اشتراک نکرده است. نظر شما خیلی مهم است. یعنی میخواید انتظار باشه تا رحمان اصول 2027 یعنی برق بتیه میستی هم تصور میکنه میستی نه یک ثانیه بدنش نمیخواهم بله راهی دیگری نیست صبر میکنم میستم گوسپند وره دیگه راه ندارم چون که خیلی دیگه من وضعیتم هم خیلی بیننده گرامی 411 لایکاتون گذارید تا سبب بیشتر شدن عددی بیننده در طولی یعنی که هفته برنامه ها تماشا کنند تا اینکه مردم بفهمند وضعیت و حالت به کدام حالت و به کدام یعنی که حالت رفته رسیده ایستاده است. خب بیننده عزیز گرامی دیگر از این وقتی قیمت شما را نمیگیریم. خب برادرانی که میخواهید تماس بگیرید مرحمت این یعنی که شماره پیپل ما هست کمک های خودتان بکنید هست هر منطقه هستید هیچ یعنی که مشکلی در آن نیست. برادرانی که در هر کجای دنیا هستید انشاءالله تماس بگیرید تا اینکه ما بتونیم کارهای را با هم در یک جایگی انشاءالله که انجام دهیم.
خوب بیننده عزیز و گرامی، تا اینجا رسیدیم به نهایت برنامه امروز ما و دعا میکنیم در نهایت برنامه که الله سبحانه و تعالی این ملت از چنگال این فرعون و از چنگال این بدگوهر و بدمنش رحمان و آیله کثیف او نجات بتید و ما و شما را از جمله افراد بگرداند که بتوانیم در مقابل این اهریمنی که دارای قوت، دارای پول، دارای قدرت است، ان شاء الله ما و شما با ایمانمان، ما و شما با همت بلندمان، ما و شما با فرزندان این ملت بودنمان در مقابل رحمان و فی کثیف و پلید ان شاء الله که ایستادگی میکنیم تا آن روزی که الله سبحانه و تعالی پیروزی را برای ما و شما نصیب گرداند و ان شاء الله آن روز نزدیک است. غدا لناظره قریب، فردا برای شخصی نظر میکردهش خیلی نزدیک است، ولی برای شخصی که در انتظار فردا نیست اون خیلی دور است و امیدواریم که الله سبحانه و تعالی ما را از جمله افراد بگرداند که این رژیم منحوس و ظالم و این رژیم تاجیککش و این رژیم دیکتاتوری را با دستان ما و شما یعنی که شکست بدهد و خداوند مادرانی که در سوگ فرزنداشان نشستند خداوند فرزندای اونها را رحمت و مغفرت نماید. الله سبحانه و تعالی تمام زندانیان بیگناه این ملت از زندانهای رژیم منحوس رحمانوف آزاد نماید. الله سبحانه و تعالی تمام مادرانی که در آرزو و انتظار دیدار فرزندانشان هستند و خانمان و خواهرانی که در انتظار دیدار شوهرهاشون هستند الله به دیدار یکدیگر را برساند. خداوند همه آنچه ما و شما نیت و آرزوی نیک داریم به نیت و آرزوهایمان برسانمان. الله سبحانه و تعالی برای ما عزت و شرف و شکوه و شهامت نصیب و روزی بگرداند. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.